سلام و درود به هموطنان و تماشابینان عزیز. چنانه که امروزها در تاجیکستان و در دیگر کشورها برادران عزیز ما و شما تظاهرات میکنند، میتینگ میکنند، ما نیز قرار ننشستیم و میخواهیم که با شما در علاقه باشیم. از ساعت 9 صبح تا حاضر خیلی زیاد نفرها زنگ زدن که باید در افیر باشیم، با مردم باشیم. بله درست است، با مردم هستیم. پیش از اینکه آغاز صحبت بکنم و با شما صحبت بکنم و خبرهایی که از کشور شنیدیم و در دیگر جاها چی میگذرد این صحبت ها را کنیم، خواهش میکنم بگین که صدای من خوب میشنویم، بعد انشالله که سر کنیم. خوب، چنانه که شما میدونین دوستان عزیز، قوتی و آن شاکی که در تاجیکستان دوام 30 سال دوام داشت، آن شاک شکسته شد. من از نگاه سیاسی به شما خواهم فهماند این چی شاک بود و به خاطر چی آن شکسته شد. واقعا امروز باید این را گفت و همیشه تکرار باید کرد که برآمدن جوانها امروز در دوشنبه این اولین حرکت بود و شما نیز میگذارم که ببینین. در اینجا شما میبینین که جوانای ما برآمدن. نگاه بکنین که دوستای عزیز، در اینجا جوانای ملت، یعنی این اولین میتینگ است، این اولین تظاهرات است که در تاریخ بعد غصب کشور ما و شما عزیزان دل از دست امام علی رحمانوف و خانواده و شیکه ظالم او این اولین است. و یک چیز باید خوب بفهمیم و خوب برای مردم بفهمونیم که در این جمع میخواهند که جنگی این جنگ نامگذاری کنند که اینجا گپ درباره تاجیک پامیری میروه. پامیری هم تاجیک هم پامیری های. امروز ما همه یک هستیم. امروز همه غرمی های، امروز همه پامیری های، امروز همه کولابی های، امروز همه طویل درگی های. ما امروز همه یک هستیم و نگذارین که ایرا به همه برسانه، نگذارین که دشمن از این چیز استفاده بره. همین میتین که آزی در همین دوشنبه شد، همین صبح اینا مردم به همدیگر جنگ داختن. همون پلانای همیشه که استفاده میبردن، مثلا میگفتن که یعنی فلانی اومده است، این جنگ با ای است، با او است. ایرا خوب برای تمام جهانیان، از آن جمله برای شهروندان عزیز و برادران تاجیک خود باید ایرا تذکر بدم که ما امروز همه پامیری هستیم، امروز ما همه بدخشانی هستیم، امروز ما همه تاجیکستانی هستیم و امروز ما باید دوستای عزیز گرامی نگذاریم که فتنه کنن این ظالمان خونخوار. ظالمین مرگ بنای رنگتان، خون شهیدان ما میچکد از چنگتان. اینها خون شهیدان ما و شما، خون آن مبارزین و آزادی خواهانی که در این در راه آزادی و عدالت اجتماعی جانهای خود را از دست دادند، از دستان این ظالمین می چکند. ظالمین باید این را بدانند که 30 سالگی گذشت. این را خوب باید فهمید که دیکتاتورها همیشه بعد که 30 ساله می شوند پیرن سال می شوند و دیگر در پای خود نمیستن. همون کسلای پریپاتکا میگن، چی میگن؟ وقتی که هم کسلای پریپاتکا میشن مردم دیگه معلوم است که در کجا میفتنی، در پیش هاوسچک یا وای، در پیش خونه های، در پیش پومونیک های، در جای باشه نباشه میغلطن. و انشالله که غلطیدن این رحمانه کم خطی شیکای بیزنسمنش نزدیک اومدگی ای مردم. امید از دست نتین، این شیک روزای آخر شیه مردم انشالله. خوب دوستای عزیز، باز هم میگذاریم اون نواری که برای خوب بگذاریم اون نوارهایی که در اینجا آمدن. در اینجا کمک صدای من انشالله خوب داشته باشین. اینجا هم یک نوار دیگر است. اینجا کمک من همینجا برادر عزیز نگاه بکنین که ما و شما نگاه بکنیم در اینجا که جوانو در اینجا اومدن میتینگ کردن. وقتی که جوانو در اینجا اومدن میتینگ کردن
شما نگاه کنید که در اینجا همون تفریقه ای که واقعا مثل سال 1992 ما را با هم دیگر جنگ داشته بودند در یاد داشته باشین، اینها از همون تاکتیک استفاده بردن. این تاکتیک اینها پیر شدگی است. امروز هر یک برادری که میخواهد در آینده واقعا زندگی خوب داشته باشه، برادری داشته باشه، ما امروز باید همه ما بدخشانی بشیم. به خاطر چی؟ به خاطر که اینها میخواهند استفاده برن که بیا که این فلان جاهای، ای فلان جاهای و در بالای ما حکمرانی کنن. ما در این سالهای آخر چقدر بار شنیدیم آن جملاتی که مردم برای ما میگن که مردم اینها میخوان که خودشان جنگ بدازن، آب بجوش و اینا خودشو کیف صفا کنن. هر یک نفره که فتنه میکنی، هر یک نفره که کولابی و غرمی و پامیری میگوی، ایره خوب بفهم که فتنه میکنی و آینده فرزندات برباد میتی. به فتنه ای ظالمان نرین. و این روزهایی هستند که ما دیگر این کلمه ها و این محلگراه ها را اصلا از بین ببریم و کوشش بکنیم که نتونه این حکومت، نتونه این شیکه پروکاتسیا بکنه که جوانهای ما و شما را با هم دیگر جنگ بدازه. اینها از دستشان می آیند. اینها سال 1992 هم این کار کردند، اما ما و شما باید قوی تر از آنها باید باشیم. ما و شما قوی تر از آنها باشیم که نگذاریم که آنها این پروکاتسیا را در سر مردم ما جاری بکنن و مردم ما را به هم دیگر جنگ بدازن. دوستای عزیز گرامی، من برای شما حاضر از تمام مادران و خواهرانی که امروز درباره بدخشان و درباره فرزندان خود میخواهند صحبت بکنن، این افیر شما هست و بنده منوچهر کوهستانی امروز روز شنبه و 27 11 ماهگی 2021 در خدمت شما هستم و امروز ما در این افیر حتما با مردم خواهیم صحبت کرد و میخواهم بگویم درود بر آن انسان‌هایی که قوت قومی شاک سیاسی را شکستند. درود بر این جوان‌هایی که امروز یک بار دیگر تماشا میکنیم. درود بر این جوان‌هایی که واقعاً برآمدند و نشان دادند که می شود و هر یک کسی که در پیش افیر نشسته این خواهش میکنم که تکرارا بعضی چیزهایی هستند که برای روحیه گرفتنی برادرها، برای روحیه گرفتنی مردم، برای روحیه گرفتنی جوانها، بعضی چیزهای، بعضی تاریخهای گذشته که ما داشتیم، بعضی چیزهایی که در ما تکرار شدن، همونا را نیز تکرار بکنیم و تلاوت بکنیم. ظالمین مرگ بنای رنگتان، خون شهیدانی ما میچکد از چنگتان. امیده تکرار کرده بگوین، چون که قوت ما زیاد شود و حرکت سیاسی و معنوی ما بیشتر بشه که بگیم که ما همت داریم. ما امروز جوانهایی داریم که در دل ظلم شهر دوشنبه بیرون شدن. این شاید برای بعضی ها یک بازیچه بود. این ورومدن چی شید؟ این ورومدن چی شید نیست. این از نگاه سیاسی یک گالی یک گال هست که همیت جمع شدگی علاوقتی همون گل رفتگی همین ورطه رحمان رو فشکاف کردگی. شما ایره آلی بعد میفهمین فایده شه. برای هموقع از اون دوستانی که در اینجا نشستین و صحبت میکنین خواهش میکنم دوستانی عزیز بی‌طرف نباشین. این پخش زنده را برای تمام دوستان و هموطنان رای کنین. حاضر من پیوندک یا اینکه لینک همین صحبت هم میگذارم و نفرانی که میخواین در افیر داخل بشین. باز هم تکرار میکنیم، یک بار دیگر خواهش میکنم دستا را همی خیل. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند، به نام آزادی، به نام انقلاب. ظالمین مرگ بنای رنگتان، خون شهیدان ما میچکد از چنگتان. ظالمین مرگ بنای رنگتان، خون شهیدان ما میچکد از چنگتان. خوب تکرارا این را بگن که چون برای ما و شما لحظه های خوب هستند، لحظه های تاریخی، لحظه هایی هستند که ما و شما امروز در صدای تاریخی و در صدای قرار داریم که با همت برادرانی کوهستانی بدخشان و با همت آن برادرانی که امروز ما داریم نشستیم و صحبت میکنیم و صحبت مبارزین گوش میکنن، آنها هم این همت است
به خدا که برادری از یک مادر پدرت صحبت گوش نمیکنه. اما درود بر شما عزیزان حق جو، حق طلب که امروز نشستین در اینجا تماشا دارین. باز هم باز پخش بکنین، لایک بگذارین و کوشش بکنین که این روز شنبه را ما با اون صحبت های زیبا و امید بخش برای آینده خود و برای آینده کشور خود بدانیم و استفاده خوب معنوی از این صحبت و از این چیزهایی که ما برای آینده ملت میخواهیم بکنیم ببریم. خب دوستان عزیز، شما کوشش بکنین که مردم دعوت کردن بگیرین. من لینک برنامه را میگذارم و همه با یک جایگی نفرانی که دهاناتون تشنش دست بگیرین، یک پیاله چای بشینین و بیایم در فکر بشیم که قدم دیگری ما چی هست. چون که اولین قدم در قلب ظلم در شهر دوشنبه امروز جوانای ما نشان دادن که آینده این جوان هاست. یعنی آینده به دست این جوانهای بزرگ همت و قوی اراده هست. خب من در اینجا لینک صحبتم میگذارم دوستای عزیز، شما در اینجا باشین. صحبت ما دوام دارد و ما نیز برای بیشتر و بیشتر پخش کردن افیر کوشش میکنیم که از شما دعوت بکنیم. بعضی وقتا انسان خود به خود بعضی وقتا فراموش میکند که باید چی کار کند. به همون خاطر بعضی در رفت صحبت درباره پخش کردن و باز پخش کردن و به دیگران روان کردن من برای شما تذکر میتم و اینک ما به 200 نفر رسیدیم دوستای عزیز، 236 نفر. باز هم تکرار میکنیم: ظالمین مرگ بنای رنگتان، ظالمین مرگ بنای رنگتان، خون شهیدان ما میچکد از چنگتان. همه کسا یک جایگی تکرار میکنیم. رفتیم تکرار میکنیم: ظالمین مرگ بنای رنگتان، خون شهیدان ما میچکد از چنگتان. ایره تکرار بکنین. من حاضر لینک دنگل میکنم، میتونیم که 4-5 نفر در داخل افیر بدرویم و تکرار بکنیم این گپا تا اینکه بیشتر صدای ما شنیده بشه و ما بتوانیم که کارهایی که باید بکنیم انجام بدیم. خوب دوستای عزیز گرامی، این جهاز جای خسته شوی نیست، جای هر همدیگر بدگویی نیست. اولین قدم در راه انقلاب گذاشته شد و انشالله این انقلابی که ما انتظارش را داشتیم دور نیست، خواهد آمد. خوب شما جمع شدن بگیرین و حاضر کوشش میکنیم که آن چیزی که من برای شما وعده داده بودم. خوب لیو استریم و ما نیز در صحبت دیگری که داشتم برای تمام دوستان و هموطنان گفتم که با این پیونده که من برای شما می‌نویسم دوستای عزیز، شما تکرارن: ظالمین مرگ بنای رنگتان، خون شهیدان ما میچکد از چنگتان. این تکرارا بگین. من زود بنویسم برای شما که چه خیلی داخل استودیو میشین. خوب با این پیوندک داخلی استودیو شوید. خوب دوستای عزیز، از شما خواهش میکنیم بگین که شما دیده شده این پیونده که در چی نفرایی که افیر در اومده در افیر دیده شدن دوستای عزیز پیونده که همون لینکی که برای داخل افیر میشون همون را دیده شدن یا نه؟ خوب باز هم تکرارن دوستای عزیز پیش از اینکه دهنمو گرم شن و صحبت آغاز بکنیم باز یک بار دیگر: ظالمین مرگ بنای رنگتان، خون شهیدان ما میچکد از چنگتان. به خاطر تکرارن این سخنها را گفتن دوستان عزیز خواهش میکنم از نفرانی که در اینجا هستن داخل استودیو شوین دوستای عزیز و ما میتونیم به یک جایگی روح مبارزه را بخیزونیم. بله امروز واقعا یک روزی هست که باید این روز را روز تاریخی نویست، چون جوانهای ما باز یک بار دیگه برای شما نشان میتونم که جوانهای ما امروز
bayrak آزادی را گرفته و بیرون شدن. اینا باز یک بار دیگه تماشا کنین. خوب کمی دستشنام هم میکنن. نگاه بکنین شما دوستای عزیز که حکومت کوشش داره که جنگی بین برادرها باندازه و میخواهند که بگن که اینا پامیریان. ای گپای شما با ای گپا باور نکنین. اگر که مشکل به سر کلابی اومد ما او روز هممون کلابی میشیم. اگر او روز مشکل به سر مردم پامیر اومد ما هممون پامیری میشیم. همه مردمی که ایرا در گپای من گوش دارم باید بفهمن که به خدا که حداقل ذره در دلهای خود آن اختلافی که بود و هست نمانین. امروز فراموش کنین از همه، فراموش کنین از گپ هایی که گفته می شود. بعضی ها در اینجا پروکاسیون میکنن. در همین گرمانیا بعضی نفرها خودش مثلا پامیری گرفتن و طرف برادرایی که میخوان میتینگ کنن گفتن که ما خود شما میتینگ نمیکنیم، شما از ما استفاده میبرین. هر یک نفری که این گپ میگه باید بفهمه که خیانت میکنه. هیچ کس از هیچ کس استفاده نمیبره. این مردم به خاطر او خستند، به خاطر او صحبت دارن که ما و شما به خاطر او صحبت داریم. ما و شما به خاطر او امروز داریم صحبت میکنیم دوستان عزیز که غم داریم و ما برادرای مردم بدخشان تاجیک خود تاجیک و برادر خود میدانیم. به همون خاطر اومدیم. هیچ کس از هیچ کس سوء استفاده نمیبره. امروز روز شنبه است، مردم باید استراحت بکنن، اما ما داریم با مردم صحبت میکنیم و مردم ما نیز باور کنیم برادرای عزیز گرامی، مردم تاجیکستان شما را برادرای تاجیکستانی ما، برادران بدخشانی ما دوست میدارن و هر آن کسی که از ما بین مردم بدخشان و از ما بین مردم دیگر منطقه میگن که نه این کار ما خودمو میکنیم غلط میکنن، همه این کاری همه یک جای ما باید باشیم. امروز روزی ننگ است. امروز آن روزی هست که ما همان فتنه های کوچکی که ما و شما را از همدیگر دور کردند جدا بمانیم. امروز ما باید همه بگیم که مشورات بدخشان، نمیدونم درست گفتم نگفتم، من زبانهای پامیری را نمیدونم، اما کوشش میکنم که ما اگر روز شد که مشکل در سری برادرای کلابی اومد ما با همون لهجه کلابی ها گپ میزنیم. اگر مشکل در غرم اومد با همون لهجه غرمی ها گپ میزنیم. مشکل در وخیا اومد با لهجه وخیاچی ها گپ میزنیم. ما را هممون را تاجیکستان یک جا میکنه. از پس اختلاف نشوین. اینجا یگان حزب یگان حرکت از شما سوء استفاده نداره. هیچ کس هم نمیخواد که برای شما بد شوه. ایه که مردم درباره شما گپ میزنن ای به فایده کار است. اگر نفرانی که علم و ترتیب و این چیزا را خونده باشن میدونن که میدیا امروز در جهان امروزه در راه اول، در قدم اول می ایسته. امروز مخالفین ما میدیا را در ته دست دارن و خدا را شکر که برای طرفداری از آن نفرانی که امروز در میدانها در گوشه گوشه دنیا برآمدند و میخواهند که میدانها را گرم بکنند و زبان آزادی را و کلمه آزادی را به جهانیان برسونند، که ما از آن نفران خبکنک، از آن نفران نیستیم که بگین خبکنین دیگه هیچ گپ نزنین. ما نیز عقیده داریم، ما نیز همت داریم، ما نیز ناموس داریم و به هیچ کس اجازه نمیدیم که از ما یک ملت تپک ساز، از ما یک ملت آینده ناروشن ساز بسازد. خب دوستای عزیز، نفرانی که اینجا داخل شدین، باز هم یک بار تاکید میکنم دوستای عزیز لایک بگذارین، باز پخش بکنین، افیرا کوشش بکنین که برادرها و تمام نفرایی که در اینجا گپ دارن میتونن که داخل بشین. دوستای عزیز میتونیم در این رابطه ها صحبت بکنیم و باز هم گفتنی هستم که پیش از این که 500 نفر شد برای شما دوستای عزیز بگم که این میتینگ که امروز در دوشنبه شد این تنها یک میتینگ نیست. این را باید خوب بفهمین. این میتینگی که در دوشنبه شد این تنها یک میتینگ نیست دوستای عزیز. این قدمگذاری و قشت اول در راه آزاد کردن کشور از غصب دشمنان و آن خارجیانی که کاردهای خود تیز کردن که این ملت سر بزنن هست. امروز قدمهای اول در راه انقلاب گذاشته می شود. چنانه که من همیشه در صحبتهایم تأکید کرده می گفتم و می گویم، همان زمانی که یک کشور از دست دیکتاتور رهبری شود و آن دیکتاتور از 30 سال حکمرانیش بگذرد دیگر جای برای او نخواهد ماند. خب این را برای خود شعار کنیم و باز هم یک بار دیگر که 500 نفر هستیم در اینجا به یک جایگی. ظالمین مرگ بنای رنگتان، ظالمین مرگ بنای رنگتان،
خون شهیدان ما می چکد از چنگتان. خون شهیدان ما می چکد از چنگتان. یک بار دیگر: ظالمین ظالمین مرگ به نیرنگتان. خون شهیدان ما می چکد از چنگتان. ما ایره شعار بکنیم و بگیم که امروز آن جوانهایی که کشته شدند جوانهای ما هستند. جوانهایی که جوان مرگ شدند هیچ لذتی از زندگی نبردند. ما به خاطر چی امروز داریم داغدار و با علم صحبت میکنیم؟ چون که این روزها انتظار هر یکی ما و شما هست. خب کردن، سکوت را انتخاب کردن آینده ما و شما را ناروشن کرده است. بیاین به گفتن حقیقت، بیاین به مبارزه و گفتن آن چیزهایی که در داخل ما چرخ میخورد و شبها در فکرهای ما جوش میزنند. بگویم این چیزها را که دشمن بفهمه که ما مغزهای ما سیاه نشدن، مغزهای ما جفیده نشدن. ما امروز در راهی هستیم که کوشش میکنیم که بفهمونیم که ما هم انسانیم، ما هم حق ما طلب مینیم، ما هم ناموس داریم. خب دوستای عزیز، کوشش بکنین بیشتر بازپخش بکنین انشالله به امر از خدا. برادرایی که در اینجا میخواین صحبت بکنین میتونین داخل بشین و اینک فکر میکنیم با 500 نفر هستیم. باز هم بعد هر 3-4 دقیقه تکرار میکنیم باز همون شعاره که ظالمین ظالمین مرگ به نیرنگتان. این 3 کسی کشته شده در بدخشان، خونش از دست شما در دست شمایان هست. این 3 نفری که شما کشتید، اون تابوت هایی که شما بردین به سر این مردم ظلم کردید، اینها در روز شما جواب خواهید گفت. خب باز هم تکرارا اینا میگیم ظالمین ظالمین مرگ به نیرنگتان. خون شهیدان ما می چکد از چنگتان. ظالمین ظالمین مرگ به نیرنگتان. خون آزادی خواهان ما می چکد از چنگتان. خون آن نفران زندانی، اشکهای آن نفران زندانی که در زندان نشستند و به طرف ما خودت ای برادری که آزاد هستیم نگه دارند که من تو کی بیدار بشیم که بگیم ای برادر زندانی ما تر از زندان آزاد میکنیم. خب باز هم دوستای عزیز، من یک بار دیگه این نوا را میگذارم که برای شما تذکر شوه که ما این قدم اولین را برای انقلاب کرده شد و این قدم اولین از دوستای عزیز تماشا بکنین، از این لذت ببرین انشالله که جوانای ما اینا داخل شدن و نگاه کنین. این اولین قدم ها برای انقلاب هست دوستای عزیز. واقعا این جای خوشنودی هست، شما این را کم نگیرین، این چیزی کم نیست. این برای نگاه بکنین، الله نگاه بکنین. امروز مردم دارن میبرند در مرکز ظلم در شهر دوشنبه. دوستانی که در استودیو هستین داخل بشین، میده برادر فردوس و دیگر نفرای هستین. فکر میکنم لینک استودیو را دیدین. مدیراتورای عزیز کوشش بکنین که چت نگاه بکنین که مردم همدیگر را دشنام نکنن، همدیگر را بدگویی نکنن. این برای ما و شما خیلی لازم است که ما کوشش بکنیم که نمونیم فتنه کنن. هر یک نفری که در چت، هر یک نفری که در افیر درباره محلگرایی گپ میزنه، ما را از همدیگر جدا میکنه، تفریقه میاندازه، او را بند بکنین اصلا بدون اینکه با او بحث بکنین. به خاطر که برای ما نفران در کار نیستن که ما را مثل 1992 با همدیگر جنگ بدازن. ما امروز همه ما و شما بدخشانی هستیم و همه بدخشان تاجیکستان است و همه بدخشانی ها تاجیکستانی ها و همه ما و شما بدخشانی هستیم. امروز ما باید نگاه بکنیم که در همین میتینگ که در همین داخل شد، من از داخل تاجیکستان برو اومدن دوستا گفتن که دوستا برای من نقل کردن که ایجا حکومت کوشش کرده است که در ایجا بگه که ایجا مردم تاجیک بازی پامیر هم مردم تو پامیر هم مردم تاجیک هر کسی که مردم پامیر از ما دور میکنه او خیانت میکنه به وطن، او خیانتکاره. یعنی می رحمان و خیانتکاره که ما را از هم دیگر جدا کرده. برادر آباد باشین، فرمایید صحبت کنین. بفرمایید صحبت کنین دوست عزیز. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فرمایید. برادری بزرگ، الله از شما راضی باشه. آمین آمین. خداوندی بزرگ بنده های مسلمان همیشه ناامید نکنه. آمین آمین آمین. با یک بار دیگه میگم
با یک بار دیگه میگم که بنده های اسلام هیچ وقت ناامید نکنه. بله. خداوندی بزرگ شما رضا باشه. همیشه ما با شماییم. تشکر زیاد دوستای عزیز. چون که ما شما پیش از صحبت گفتیم، اگر بخواین تکرار میکنیم: ظالمین مرگ بنای رنگتان، خون شهیدان ما، خون آزادی خواهان ما می چکد از چنگتان. امیر تکرارم بگین تا اینکه ما و شما بیشتر جذب بگیریم، بیشتر در دلمون. وقتی که ما برای شما یک بار نقل کرده بودم که در دو کوزه دو گله میشنانند، در یک پیش کوزهش میان هر روز میگن که همین گل قاق میشوه، در پیش کوزه دیگریش میرن میگن که همین گل میرویه. وقتی که 15 روز میگذره نگاه میکنن همون گلی که خوبش گفتن تعریفش کردن روید، یعنی تعریف هایی که رحمانوف میکنن، نه که ستاره و محتاوی و مفتاوی و سری قوری، نه این تعریفانه، یعنی که خوب گفتن، موتیواسیون داشتن، امید داشتن. ما باید امید بکنیم. اگر امروز امیدها در دل ما جوش بزند، ای مردم، رحمانوف به خاطر چی ما و شما را زندان میکنه؟ رحمانوف به خاطر چی ما و شما را از همدیگر جدا میکنه؟ به خاطری که او از همدیگر، از ما و شما ترس داره. رحمانوف میدونه که اگر من تو یک جا شویم، اگر قلبهای ما، اگر ما و خودت یک جا شویم، قلبهای ما با یک جایگی کار کنن و ما و شما محلگرایی را، پامیری گفتن، کلابی گفتن، غرمی گفتن، وخوچی گفتن، تایلرگی گفتن بس کنیم، در رو وقت است که ما پیروز هستیم و دشمنان ما در شکست. او وقت است که دشمنی ما شکست میخوره. او وقت است که میگه که تمام دیگه با اینها بازی کردن نمیشوه. او وقت است که میگه که ها چیکار کنم با اینا که اینا دیگه با هم دیگر تفریقه ندارن. تنها تفریقه هست که ما و شما را از هم دیگر جدا میکنه. امروز شما را خوب بفهمین که بعض شیطانا را در داخل برادرای پامیری، مردم پامیر داختن، مردم بدخشان، بعضی ها را در مابین دیگه مردم دیگه منطقه تاجیکستان که مثلا شیطانکا در داخل مردم مثلا کی داختن، مردم بدخشان که بگن که ای کار شما نباشه، ما تاجیک نیستیم، خیلی ایو فتنه کرده ایسانده، فتنه را آورده ایسانی، خود حکومتی کارو را کرده ایسا است. اگر این خیلی طرف نگاه کنی، مردم بدخشان خیلی خوشحال از اینکه ما مردم دیگر منطقه تاجیکستان کوشش داریم و مبارزه برده ایسیم برای برادرها. این شیطانکایی که میبرن دل شما را خنک میکنن، همین پگوی چندش دوی مرا سرد کرد. اینکه من گفتم ای شیطانک، من میدونم که از طرف حکومت وظیفه داری که بیای دل ما را سرد کنی که ما به خاطر حق برادرامو گپ نزنیم. امروز میدیا این بهترین کلاشنیکوف است. امروز کامera این بهترین کاتیوشا است. با اون خاطر دوستای عزیز، ما از این چیزا استفاده بریم. این گپ داون نیست که ما تنها در پیش کامera بشینیم. ما دیگر ان شاء الله، یعنی این را به خوبی برای شما میگم که این روز از دیگر روزها فرق میکنه. این امید در دل تو داشته باشین که این روز از دیگر روزها فرق میکنه و ما و شما در روزهای اولین قدم انقلاب هستیم. او چی انقلاب است؟ وقتی که در داخل شهر دوشنبه، در قلب زلالت و ظلم، در قلب آن شهری که هر روز صدها زندانی شکنجه می شود، در قلب آن شهری که یک پیشوایی که با زنبورها حتی جنگ می کند، پیشوای دانایی که زید زنبور و زید قورباغه و زید همه چی هستک، اون پیشوا در اوجا زندگی میکنه. در اون شهری که فقط پیشواهای دروغین زندگی میکنن، مردم با بیرق سفید بیرون شدن که باز هم برای شما نشان میتونم برادر عزیز که ایرا ببینین واقعا برای ما و شما نگاه بکنین.
بخشش دوستان عزیز، شما چون که شما دیدین در اینجا حکومت کوشش میکنه که همدیگر با همدیگر جنگ کنن و حقارت شبیه کنن که حقارت کنن همدیگر را. به همون خاطر اینجا کوشش دارن که مردم به همدیگر تفریقه باندازن. اما امروز ما چون که من تکرارا میگم، ما امروز باید سوغدی نگیم، ما امروز باید غرمی نگیم، کلابی نگیم، تولرگی نگیم، پامیری نگیم. ما امروز همون مردم بدخشانیم و همه بدخشان تاجیکستان است. دوستای عزیز، کاری نکنیم که دشمن از ما سوء استفاده بره. خوب، باز یک دقیقه یک برادر در سیویاز است که با او صحبت کنیم. بسیار خبرهای خوب داره از داخل. دوستای عزیز، باز هم کوشش کنین که باز پخش بکنین. برادرایی که در یوتیوب، در فیسبوک تماشا دارین، نازی در فیسبوک هم شما میتونین که لایک بگذارین. آدمایی که در فیسبوک از تماشا دارین باز پخش بکنین و بیشتر در فیسبوک هم بتونیم که دوستانی که هستن از اونا. خوب، ما از یک دوستی عزیز، بفرمایید دوستی عزیز. سلام علیکم. خبرهای زیادی که شما از داخل کشور دارین، خواهش میکنم برای مردم برسونین که چی گپ شده است و حکومت از این چی کارو میخواد کار بگیره. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلام و درود خدا و تمام شنوندگان شما میرسونم از درون وطن. امروز مردم در نزد چی اون جمع شدن، در دوشنبه، در شهر دوشنبه در نزد اون جمع شدن. برگ در جمع شدن مردم، بچه های بدخشان جمع شدن. بعد همون اوانگارد میگن، چی میگن، مردمی که برادرای خوب مردم با قول توجیه که همکاری محلچگی همون کارهایی که 92 و 91 طلب بود، عیناً همون سیناریا را در همه تشکیل کردن. تا این مردمی که جمع شده بودن با اعتراض به نزد همین چی میرفتن اون و صدبرگ بچه‌های بدخشان و مردمی که جمع شدگی، این برادرها برآمدن گفتن که شما بدخشانی‌ها میخواهید وطن ما را ویران کنید، اسکوسه جنگ شوشید. و بعد پلیس اومد، این کار پلیس خودش بود، این کار را تشکیل کرد که همین مردم جنگ کنن. بدخشانی و تاجیک و پامیری گفته جنگ شد اینجا. بعد اومدن مردم قبلا 30 نفر از بچه‌های بدخشان همون اعتراضگرا را بردن محکم کردن. او توجیه‌هایی که خود با قول توجیه و توجیه نیست، همه معرفتن و چینگیزن و را هیچ که نمیدونه و بدبختن. برآمدن عیناً همون سیناریا که 92 همین مردم او رومانه رفته ایستادن اعتراض. اینجا نه جنگ میکردن نه یگان شد، هیچی اون رفته ایستادن. آنها تشکیل کردن، اوانگاردها بودن یا کی بودن، برآمدن فقط جنگ پامیری شما میخواهید که ویران کنه ملت ما را، وطن ما را، اسکوسه tak dalej. Короче, جنگ شد. پلیس اومد همه را قپید، گرفت برد محکم کرد. این آواز بچه‌ها 30 نفر هم زیاد محکم شو کردن، همش زدن پراکنده کن سرکند. اینا در 104 میکرایون باید جمع میشیدن در افیر دعوت کنن که جمع شدن. برادرها همه در 104 پیش ایوان امونسا همونجا نگاه میکنن، جمع پراکنده شو کن. امروز جمع شدن برادرایی که در افیرو میبرین گپ میزنید، میگن که ما شیروی نر ما اینا کای بریم، اینا برام خود در پیش کمونی بکشم. اینا برادرای کلوبی شما هر روز والله بالله تالله قسم میخوریم، نمیدونم که معنی را شما میدونه نمیدونه، والله بالله تالله آدم بوده این دیگه قسم نیست. سمیت هم اویلت هم همه حروم میشه و وقتی که امیر گفتی و عمل نکردی و فهمیشی من زن طلاق میشه و خانت حروم میشه و با خدا با همه چیز قسم میخوری. برین درباره همون برادرها چخ کنین، بگین که همون اوانگاردهایی که میان همسری جنگ میکنن، ما توجیه شما پامیری درباره همون بچه بدخشان چخ کنین، بگین ما توجیه بدخشان تاجیکستان بدخشان تمام جنگ من کسی میکنه احترامونه خوش میکنیم، در پروکت همه پدوات نکنیم.
یورا همی خودشون همی ملیسون نیشتدنیکان و همون چوپلوس و همون آدمایی که اوانگرد تشکیل میکنن عیناً همین آدم‌ها هم که همونجا اومده جنگ میدوزن. یگان کسی دیگر نیست. ای برادرای بدخشانی احترامانه خواهش میکنیم شما فکر نکنید که مردم تاجیکستان خطی شما نیست. ما خطی شما این همون چوپلوس‌ها و همون دقیقا همشه و کنلیسکایی که نام 15 کس اوانگرد و نام بدبختای نیشتدنیکان شما رو افتاده نشوید، زیغ نشوید. اگر با ببروین مردم با همراهتون میبرن. ای برادرای تاجیک احترامانه خواهش میکنیم جنگ هیچی نکنید. در همونجا چخ کنید همچون تماشابین در صف همونا نکنین، جنگ منگ نکنین، نگذارین که همون تاجیکای میان برنوم با قول خودشون را پاتریوت میگیرن میگن که شما وطنی ما کدوم وطن ها ویرون میگن بدخشان وطن اینا نیست، بدخشان وطن ما نیست. ما ای کجاییم؟ بدخشان کجای؟ وطن شما کجای؟ شما کیین؟ این شما وطن دارین مردم وطن ندارن. با همون خاطر کسی که میشنود مرا التماس همون خطای 92 را نکنین. این شیشه میزنن های نه بدخشانی را تاجیک زد، تاجیک زدن های را پامیری زد. این گپ ها را نزنه. کسی را نمی زنن یامش قد یگون کس نمیمره آدم کشتیستن بعد مشزنی یگون چی نمیشوه آدم را کشتیستن با یک مشددن شما چی در پروکاسیا دوده میشه که همین جنگ میکنه ملیسا میبره عدل میبره دوشی همین زدن هم جنگ نکنه. ای همه خوب باش زدن همین ایندی رگند بخشی شکل ای موضوع هم ایدک چی میرم ایندی رگند میگن وقتی که در در هندوستان او چی نام داشت همون مخالفه که مهاتما گاندی می پروندنشون میگو که 100 کسا پروندن 1000 کسا پروندن یکی یگان گپ نزنه. مردم وقتی رفتن 1000 کسا کشتن 2000 کشتن دیگه همه آدما برو انگلیا برومد برفت آزادی را همون خیلی با خون و بجا میگیری با یک مشنه در پروکاسیا داداشت 30 نفر بودن محکم کردن. یعنی همین بچه‌هایی که 20 سالی در پیش 20 سال هم بچه‌هایی که در شنبه میتینگ اومدن باز هم یک بار برای تماشاگرانی که اینجا زیاد شده هستند دوستای عزیز شما بیشتر باز پخش بکنین لایک بگذارین تا اینکه ما ای افیر به خاطر برادرها کرده شده است و که بیشتر در اینجا مردم بتونن فکری خود بگن. هر نفری که میخواین صحبت کنین داخل بشین، نفرایی که خبرهای مهم دارین در استودیو داخل بشین. برادرش ما انتظار باشین. ولی این برادر کمک از داخل است همین چیش علاقهش کمک خراب است. به همون خاطر دوستایی که در اینجا هستین باز میگم که کوشش بکنین که برادرای که در بدخشان از خانواده اینا زنگ میزنن یا اینکه چی ارتباطی دارن چی خبرهایی دارن بهم برسونین. و این یک جوانی هست که با جوانا صحبت میکنه. همین امروز که گفتی پروکاسیا شید همین چی کاری خطا کردن همین تظاهراتگرا کی همین مشت زد چی گپ شید که پروکاسیا شید؟ مشت عیناً همین آدمایی که میلیسا آوردن همون نیشتدنیکو با قول اوانگارد و پاتریوت هایی که همین رژیم هستن اونا با میگم که یک باری من تاجیک هستم من با میگم که اونا را ما نمیشناسیم تاجیکو شما نگه با چی 2 نفر 3 نفر شما همه تاجیکستان 10 میلیون سودی نکنه که تاجیکای نخیستن ما را زدن. ما رنگ روی و بیزاریم چی خیلی که در شما دشمنن ما همون خیلی شماییم. ما هم رنگ شما جبر دیدیم، ما هم رنگ شما در بدریم، ما هم رنگ شما اونسوکتا و روسیاییم. او بدبختا برای ما نمیدونیم چیان برای همین شما همه را در اینجا پوش نکنه که اون 4 چوپلوس میا مش زد شما را پروکاسیا کرد شما جنگ کرده بودن محکم کردن نگه که ما برومین تاجیکا ما را زدن که شما ایتاری میکنیم ما را میتیم زدن سر کردن. اصلا این فکر ایسر تو دور کنه. یا مشتم زدن 2 مشتم زدن که یگان گپ نداره. ما با مقصد مو میرسیم انشالله. با گفته استم که همون هندوستان ما پریمیر آورده استم که آدم را پروندن یکی رفتن 3-4 کسا پروندن. برادر گپ در ایس بیار همون پروکاسیا که حکمت میخواه بکنه گفتی که حکمت پروکاسیا میکنه همون را یک بار تکرار کن چون در اینجا زیاده از 1000 نفر شدن باز بشنون.
همین روز بچه‌ها برآمدن، همین روز بچه‌ها برآمدن، بدخشانی‌ها برآمدن 50-60 نفر از سنید صدبرگ بنازی که اون رفته استادن اعتراض کردن، در کاغذها و در همه چی نوشته شعارها نوشتگی رفته استادن. авангардҳо ра полиси тоҷикистон ташкил кард, овард гуфт бизане ва буромадан дар дуруни бачаҳои помир дуромадан гуфтан шумо помириҳо ҳукумати моро вайрон кардани. ҳукумати оилави як хонадона ки ӯ тоҷик ҳам нест, мо ӯра тоҷик ҳам намешуморем. Нагем ки тоҷиканд. анамо авангардҳо, анамо провокаторҳо имина одамои полис, одамои ҳамҷа буданд, ташкилкунандагои милисиҳо буданд. ташкил карданд, вақте ки ҷанг шид گفتن اینا قاعده نمیچی را ویران کردن، همه را بردن محکم کردن. دلیل بود در کار بود، اساس دلیل شید، جنگ کردن، کشمکشی کردن، تمام همه را بردن. باید مشت، باید شپلاق، باید تلکنی تو جاش مود پرووکاسیا داده میشین. داشی برا مایل زدن، چیزی میکنن داشی بری. او авангард چوپروسو 5-6 کسان، ای برادرای توجیک دبر همه چخ کنی، همه مامنتور هم میبینی، ویدیو کنی، افیر کنی. من افیرا را ویدیو را روی کردم، اونجا پلیس بسیار نمیمونه که افیر ویدیو کنی، همه را کپیدن، این سوسه پراکنده کردن. برای این همه авангардها اومدن جنگ انداختن، این همه خیلی مامن شد، همه را کپیدن محکم کردن. خواهش میکنیم در پرووکاسیا داده نشه. یک کسی همش میزنه، تلپا نپره او را نزنی. بره داشت رفتم میره پیش همو عمره. یگون گپ نمیشوه، مون بزنن یمش دمش قطعی یگون کس پر نمیشوه. با گفته استم که کشتن برادرها را کشته استن و او یمش دیگو یگون جایش ما کم نمیشوه. انشاءالله ما به مقصد میرسیم. و همون خاطر خواهش میکنه برادرهای بدخشانی همه توجیک ایجا پوش نکنه. 4 چاپلوس تای 4 نمو منغی تای 4 نمو نشتر نیکی حرام های. هیچ کسی دیگه نیست. کی خیست اومد شما را توجیکستان؟ اگر این مردم هم افراد شما نیست، اینجا 10 میلیون، اگر 100,000 همون خدمتگار این لاین باشد، اینجا 10 میلیون اهالی های، 10 میلیون برزید شما نیست. این فکر را ایسر تو دور کنید. با پشتی 5-10 کسی که نشتر نکه در پلیس و همون لیسه خونه خودش همون لیسه تشکیل میکنن، در این موبایل مردم میدوزن. شما بگید توجیکا ما را دادن پراکنده کن، این خیلی گپ نیست. ما قطعی شما بدخشان تاجیکستان بدخشان های تمام، ما هم رنگ شما در بدریم، ما هم خواهرها و افهام در روسیه و در مسکو و در همه ایجا دوار نیکن کار که استن. شما هم مردم بدخشان جیدا اکل گپی جا اومد 300-400 هزار باشه، 10 میلیون ما هم 3 میلیونی که هستی 90% توجیک های سرطان و سرگردون در ولی تو خواه در خواه رحم روه. ما چی بهتری دیده در ما که شما را چی میکنه که توجیکا ما را ایتا میکن. ما قطعی تونیم، ما هم جبر دیدیم رنگ شما، همه کشتن که حساب نداره. همه که شما خیست که گپ زده، مردم ما خفای، چی سوگدیش، چی خطلانیش، چی دیگرش، چی غرمش، چی وقیوچیش، همه شا کشتن، همه را کشتن. مثال گپ همین 5 میارم، خونه این است که 5-6 کس نمورده باشه، یک کس گپ نداد، همه خفای. و همون خاطر برادرها یک جا شوین در هر جایی که نباشین. تشکر دوستی عزیز. شما در علاقه باشین و بیشتر خبر چی گپی میشه و از داخل کوشش کنین که نوار برای ما روان بکنین و بیشتر بفهمین که چی خبر. انشالله میکنم خواهش میکنم کسی تظاهرات همونجا میبره، تظاهرات میبره در درون شهر اگه با میشه و ما مردم میبرن التماس ساعت 9-10 برادرای توجیک، برادرای که والله بالله طلاق قسم میخوره، این نمیدونم برای شما را چی هست، نه که برای من این قسم عادی نیست. با گفتم خانت حروم میشه و زنت طلاق میشه. وقتی همین قسم ها را در افیرای محمد اقبال میخوردین، در افیرای همین حسین عاشور میخوردین، داعش میخوردین، والله بالله طلاق برای سخن که من میرم فقط خدمت در پیش همین خسری ملت میکشم که همین جونی همین ملت خلاص شود. نکش خطا برادر باید این برادر چخ کنی، این همین تکار کنی، نکش خطونن، یکون کسا نزنی، یک مشت یک چپلاق میزنن تو پرووکاسیا داده نشه، بره حد خونه دعوا کنی. این همین که خواهش دارم برادرای توجیک التماس خیزین 30-40 کسا امروز 50 کسا زیاد محکم کردن.
провокация карданд, маҳкам карданд. бародарое ки тарафдори иззат тамом буде, бихезен, ина момент, ина ҳамаи чиз бихезен, дар бари мардум чиқ кунен, даъво кунен, ҳаққи ҳалолтунай. ҳамаи ҳами тоҷикай, ҳамаи ҳами тоҷикистониай, як миллатай. илтимос хоҳиш мекунам. تشکر زیاد دوستی از چیز شید انشاءالله در علاقه باشین. انشاءالله میرسونم ویدیوهای تازه میگیرم روید میکنم همه را پراکنده کن اینجا شو شید پگاه اگر امشب یکم با ویدیو شید از برادران میگیرم روانت میکنم نشید پگاه مردم التماس جمع شوید در نزد سامانی در نزد هر جا که میبینیم مردم جمع شدیدن در افیرو انشاءالله افیر میکنم برادران میبینه مخواهین این برادران در اونلاینی میشینن از همینا میبینه در اینستاگرام ها میبینه در هر جایی که جمع میشن در صدبر جمع میشن در سومونی در 134 در 82 جمع شه یگان کار نکنه همونجا سیایی کنه همونجا چخ بشینه یگان کاری دیگه نکنه التماس برادرایی که قسم خورده بودین ماش تشکر زیاد دوست اینجا زیاد مردم داخل استودیو شدن مردمی که میخواین صحبت بکنین داخل بشین انشالله باز شما در علاقه باشین در یک جای خوبتر رفتین باز انشالله در صحبت میشیم. تشکر زیاد. باز هم دوستان عزیز تشکر و خوش آمدید به این افیر. کوشش کنین که لایک بگذارین باز پخش بکنین که تمام دوستان و هموطنان ما بتوانند از این افیر استفاده برند و ما هم اون جمله‌ای که برای ما در کار است میگیم ظالمین مرگ بنای رنگتان خون شهیدان ما میچکد از چنگتان. چند نفر باشین در یک جایگی کوشش کنین که جمله را بگین تا اینکه دل شما آرام بگیره و بدون اینکه ظالما را امروز خونهای برادرایی که 3 نفر که در برشان کشته شد از دست های اینها میچکد و باز هم یک بار تکراری ظالمین مرگ بنای رنگتان خون شهیدان ما میچکد از چنگتان. و نیز این برادر در اینجا تاکید نمودند که دوستان عزیز شما کوشش نکنین که در همین حالت حاضره برای حکومت راه بتین که شرایط برای اونها مهیا شود که در بین ما و شما همین محلگرایی و همین چیزا را بدازن که ما با همدیگر جنگ کنیم. نه امروز ما چنانی که تاکید نمایم دوستای عزیز هر اختلافی که پیشکی بود هر گپی پیشکی میزدین هر کسی که باشه مردم بدخشان باشن مردم دیگر سوخت کلاب دیگر جا باشن امروز کوشش بکنین که از همون محلگرایی دور شوین. امروز همه ما و شما دوستای عزیز بدخشانی هستیم و همه بدخشان تاجیکستان است و چنین دوستای عزیزی که در اینجا در افیر هستین برادرایی که آزادی به مردم مبارز میتونین که بنابرای صحبت کنین هر یک 3 دقیقه وقت داره. خوب بچهای گرینی در جا پیشتر در اومدن برادر آباد باشید خواهش میکنم که از استودیو بیرون برین به خاطری که دیگر نفرا بتونن در اومدن چون که شما دیگر نمیخواین صحبت کنین. خوب تشکر زیاد در اومدین برادر بچهای گرینی بفرمایین. بفرمایین گپ زنین. و علیکم السلام. اولی بابا نشدیم خیلی میشه که بابا بود. فرمایید. تشکر از شما پرسیم. امی بچه‌ها کجا جمع هستن کوهستانی؟ جمع شده بودن امروز در پیش آن باید میرفتن. بله آواز شما میآید. در دوشنبه اینا جمع شده بودن و از طرف حکومت پرووکاسیا شد. از طرف حکومت پرووکاسیا شد که همون سگ بچهای اوانگارد هم سگایی که هفت میکنن کو دنبکاشو کلتا کردگی به نام اوانگارد همون اومدن در مابین با بچه‌ها جنگ کردن و اینا رو هم دیگه نتونستن خچاب بخپن همین پرووکاسیا کردن همه را جمع کردن بردن و این را باید تاکید نماییم دوستای عزیز که ما هیچ وقت باید نگذاریم که پرووکاسیا کنیم. این پرووکاتورها همیشه کوشش میکنن که همین شوری موری شوی و از این چیز استفاده برن. اینا به هم خاطر هستن. یعنی اولی بعضی‌ها شاید سوال بکنین که به خاطر چی در همین موتیلچیکا و همین پرووکاتورها در کار هستن برای حکومت. برای این روزا دوستای عزیز ورا میبقن هم سگای افچرکا وره سگای
سگایی که برای گوسپنچرونی در کارن سگای افشارکردن چی میگن قرغزیش میگن چی میگن هم سگای کلون کلون وری میبقنه میستن که ایو بیان در بین مردم همین خیلی فتنه و تفریقه بندازن. خوب دوستی عزیز بفرمایید گپ بزنین چی گفتنی دارین یا که دیگر نفر بدروریم؟ اگر گفتنی نداشته باشین خواهش میکنم فیرا چی نکنین دوستی عزیز بند نکنین ده دیگر نفر رو گپ بزن. اگر میفرمایین چیزی گپ میزنین بفرمایید قربانی شما. میخواستیم که بفهمیم کجا در مسکو جمشید هستن. در مسکو حالیش راستی جمع نشده است یگون کس فکر میکنم من تا این وقت خبر نیافتم. اگر که از مسکو یگون نفر باشه انشاءالله داخل بشن بگن و شما میفهمین. ما تنها درباره تاجیکستان گپ زدیم. آباد باشی کوهستانی. تشکر جان برادر. تشکر دوستی عزیز ممنون تشکر. خوب دوستای عزیز در اینجا یک برادر مبارز در اینجا هستند. مردمی که در اینجا میخواین داخل استودیو شوین میتوانین که همون لینک پیونده که زیر کنین داخل بشوین و در اینجا صحبت بکنین. برادر مبارز بفرمایین. برادر مبارز بفرمایین. تمام. آزادی به مردم فرمایین. آزادی به مردم فرمایین. خواهش میکنم همون نفرایی که داخل میشین در اینجا رد کیف باشه رد نمیفهم به خاطر چی باشه کوشش بکنین که اگر گپی دارین داخل بشین نمیفهم کاملا تگرون کنین دستون رو هوچ کنین میتونین که داخل شوین. برادر ادریس نصرف فرمایین گپ بزنین. فرمایین دوستی عزیز من شما را گوش دارم. خوب این دوستایی که در اینجا داخل شدن ما باز هم گفتم که نفرای میخوان داخل بشن دست خود بردارن باز میتونن که صحبت بکنن صحبت خود دوام میتیم دوستای عزیز و اون جملاتی که تکرار میکردیم باز هم تکرار میکنیم. پامیر ناموس دارد بفرما. سلام علیک برادر. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید دوستی عزیز. برادر جون در باری پامیر بستید. ما هستیم برادر عزیز همه که همین روز تا بگه در فکر مردم هستیم حتما هستیم. ما هم توجیکیم برادر. ما هم نیمی شماییم. میدونیم برادری عزیز ما این گپ خیلی وقت شد که میگیم که شما را هم نصف ماین ما هیچ وقت شما را از خود جدا نکردیم. اون مردمی که همیشه میگفتن که بیا کم پوست گنده گپ زنم نه گفتن که مردم اگر نگار میکنن که زنی پامیری نگه که پشت تحرم میشوه. این کثافت ها همه خیلی استفاده بردن که همین مردم ما با هم دیگر چاق شوند جنگ کنن کوشش میکردن که بگن که اونو مذهب شد دیگه این طرف اون طرف های. اما ما امروز الحمدلله به اون سطح رسیدیم که دیگر هیچ وقت برادرای خدا بیگانه نمیگیم. ما امروز نسل نوینیم و برای ما هر یک تاجیکستانی هر یک انسان برادر است و ما هیچ کس را از همدیگر جدا نمیکنیم و اون نفرایی که باز هم به همین بگیم که محلگرایی میکنیم این را خوب بفهمین که امروز همه تاجیکستان پامیری های همه پامیر تاجیکستان های به همون خاطر دیگه او فتنه هایی که میخوایم باندازین چون که دوستای عزیز من گفتم در دوشنبه امروز مردم میتینگ اومده بودن در میتینگ همون اورگندهای همون سگهای دمکلتر را آورده بودن در همون میتینگ او چی میگفتن او بر ضد برادرای که از بدخشان اومدن گفتن که ای شما اینجا برین گم شین وطن ما را شما خراب مینن جنگ میاندازین این خیل بچه‌ها را زدن تفریقه انداختن پرووکاسیا کردن به همون خاطر دوستای عزیز کوشش کنین که در این حالت در پرووکاسیا داشت ما نمیترسیم. بفرمایید دوست عزیز. بکشند پگاه میخیزیم کودکو قطی زانو قطی میخیزیم پگاه ماشاءالله منطقه کلوب با اسوارا و دیگر جاها خواب نیستید قطیم بروید برادرو. بله تمامی مردم با شما یکم کار یکم گپ نکنید پدرش کمو رو کنید.
ما همه تمام مردم تاجیکستان در تمام دنیا برادر شما را یعنی پدرش که مثل شما گفتن میکنن و این چیز از حقیقت هم دور نیست. بسیار مردم میتینگ کرده هستند در دیگر کشورها. فردا در آلمان فکر میکنم در شهر دورتموند باز هم میتینگ میشوه. یعنی مردم کوشش دارن که با شما باشن. برآمد بود با همه مخالف میگم. در این وقت شما ما رو بسیار پذیرش کردید و ما از شما افتخاریم. تشکر زیاد دوست عزیز. واقعا اکثر مردم فکر کردن که مردم امروز باید خوب بدونن که همین مخالفین است که برای ملت گپ میزنه. این رحمانوف دیگه فقط بر ضد ملت. این را همه میدونن. سال 2012 رفت مردم پامی را کشت. این سال با 3 نفر را کشت. اینا هر روز کوشش میکنن که ما را از همدیگر جدا بکنن، اما این را خوب بفهمن که مخالفین از هیچ کس سوء استفاده نمیبرن. ما به خاطر ملتیم. در سر قدمی که ظلم کرده شود ما با او هستیم و ما با برادرانی که امروز در جبهه ها هستن، برادرایی که امروز در بیرون در این سردی به خاطر حق خود بیرون شدگان، ما نمیتونیم که در گرمی خانه خود بشینیم گپ نزنیم. به همون خاطر این افیر برادر افیر برادرها هست، برای حقایی است. کوشش کنین که باز پخش کنین، لایک بگذارین تا اینکه تمام برادرها داخل شن. شاعر شما اصلی ما. انا شاعر کجا؟ شاعر نویسنده کجا؟ انا شمایید. رحمت بر پدر شما. شما شاعر وطنید. ما از شما افتخاریم. شما نیز افتخار ما هستین. شما نیز افتخار ما هستین که میبرین حقیقت هم میگین. واقعا شما امروز برادرای عزیز ایرا ما باید صراحتا پوست کنده بگم که امروز برادرای بدخشان نشان دادن که همون حکومت غوریای تاجیکایی که 300 سال برای بر ضد غزالی ها جنگ کردن در همون بدخشان بود. 300 سال برای بسر قدرت آمدن تاجیکا جنگ کردن در عصرهای گذشته. یعنی همون مردم این همین باقی ماندهش امروز واقعا بانو اینا ناموسه. بعضی ها تا فرزند تو میکشن با رحمان و میگن خدا رحمت کنه گذشتگی پیشوارا که گوری فرزند ما موندنم که گورش کنیم. خدا رحمت کنه گذشتگی پیشوارا که فرمو. برادر جان من زنم دوشنبه من گفتم که بگا قطعی سه کودک برا ما شما رو بکشن، اما سیر شو نخون. ها دیگه صبر دیگه لبریز شده است. واقعا امروز ما دیگه زن قطعی کودک برا ما بکشن ترا سیر شو نخون. بفرمایید گپ بزنین. شما درد دل کنین که ما گوش کنیم. شما پیران سال هستین میبینیم. شما گپ بزنید مردم جوانای امروزه بفهمن که چی درد این برادرای ما و شما دارن. این برادر ما حاضر است که زن فرزندای خچرایی کنه که رحمان و فایخون سیر شوه. این خونخواره که رحمان و فی کثافت خونخوار این ایخون سیر نمیشه و این بخون اومدگی بخون میره. دوستای عزیز این بخون این ایخون سیر نمیشه. این وامپیر. رحمت به پدرتون در مادر دویر میدرویم با. خوب تشکر زیاد. شما اینجا باشین داخل بشین. باز برادرای عزیزی که اینجا داخل شدین مردم اسفره بفرمایین. سلام علیکم. و علیکم السلام. اوزی ما میرم. بله اوز شما میرم. خب اولا همدردی خدا با مردم بدخشان میرسونم. خب مردم اسفره مثل مردم بدخشان ما هم خب جبر دیده هستیم، ظلم دیده هستیم. زمینی مویم فروختن مثل مردم بدخشان. امروز وقتش آمده است که خب چی در پیش مردم بدخشان راست ایستیم باید. بی‌طرف نباشیم. انشاءالله این حکومت رحمانوف انشاءالله با هم میخواد. خب سلامت باشید. تشکر زیاد عزیز. بله برادر عزیز ما از اسفره اومدن. واقعا درود بر همه فرزندان این ملت که از هر گوشه هستند. واقعا امروز باید درس ناموس را از برادرای بدخشان، از مادرای بدخشان آموخت.
حقیقت باید بگوی. این حقیقت یک چیزی که تلخه ترشه باید بگویش. امروز باور کنید نکنید دوستای عزیز، به خدا که همین باز بعضی ها هوا نگیرن، امروز ما حقیقت هم میگیم و هیچ کس از این صحبت های ما سوء استفاده نکنه که نه از همه دیگه ایش خوبه ایش بده. نه دوستای عزیز، ما واقعا وقتی که یک نفر ناموس خود نشان میده، به خاطر ناموس خود میبره در این سردی حق خود طلب میکنه، به او باید حق داد. او را باید واقعا گفت که ناموس داره. همین نفری که همین گفتم که همین کادکس ناموسش نلنگه، انشالله که انسانگریش هم نمیلنگه. خوب برادر، در اینجا نفرای نو داخل شدن، مرگ بر رحمانوف یا اینکه گنز. فرمایین گنز. تمام تکنیک‌های بیکار خوابیده را مسئله‌ش بینید. منوچهر کوهستانی گابزنی بس کند. ای و فکرم با آواز اومده رحمانوف گپ زد که رحمانوف باید همه کوشش میکنه که همه تکنیکا را به کار بفرمان که برادرای مبارز گپ چانه نزنن. تشکر زیاد دوستی عزیز. در اینجا مرگ بر رحمانوف فرمایین. بفرمایین برادر. خب مرگ بر رحمانوف فرمایین. نیستین برادر اصلا؟ فرمایین. همینجا بعضی ها داخل میشن وقتی ما را میگیرن، ما بازم نمیخوایم که ناعدالتی شود، نگذاریم مردم گپ زنن. برادر اصلا بفرمایین. سلام علیکم. و علیکم السلام. آوازی ما هست اگر؟ خیلی خوبه آواز بسیار تجرینگستی، هم تا آواز غوصی خوب داری. ماشاءالله. این بدبختی رحمانوف وقت آمد است دیگر. این فرصتی بسیار مناسب است. باید یک و یک مردم بخیزن. هر منطقه هست فرق نداره، باید بخیزن مثل مردمی بدخشان. دیگه منطقه ها را گفته همون که ملکشان کرده است بیچاره را، نمیخیزن دیگه، توانی سخن حق ندارن. اگه یک و یک شما الله پرسیده میشه برای نخیستن و برای طلب نکردن. تا حد بازار میرین، حدیث پیامبر است که باید بپرسین از فروشنده قیمت نرخ را پایان بیارید تا برای یک نفر دیگر سبکتر غلطد. شما امروز باید از این رژیم خونخوار طلب کنید. باید هر کسی کشته می شود ناموسش دفاع کرده می شود و کشته می شود، اون نفر طبق حدیث می شود شهید. و انسان ها آرزوی شهادت را دارن همه وقت. مرحمت، فرصتی شهادت. و باقی مانده در پناه الله باشید و خداوند کند که این ظالم از بین رود و مظلومین بر ظالم پیروز بیاید. سلام علیکم. تشکر زیاد دوستی عزیز. برادر با من عطفه تید نوشتیم. بفرمایید دوستی عزیز. داخل شدن در اینجا برادر اصلا. خوب تشکر زیاد. نفرایی که برآمد تیار کنه خواهش میکنم از استودیو بفروین تا اینکه دیگر برادرها بتونن که داخل بشون و سخن خود بگوین. خب انصاری بفرمایین. انصاری. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. خوب هستین؟ صدا هستین؟ کمان. تشکر. از شما پرسیم. اما سازی بزرگ گفتگی واره که سارد روزگار دیگر روزها را نماند قرار. فرمایید دوست عزیز. اینترنت شما دوستی عزیز کمک ضعیف های. خوب برآمد دوام میتیم. دوستای عزیز گرامی، من گذاشتم برای شما که ببینید مردم در کوچه دوشنبه ورو اومده بودن. ایرم من به خاطر چی گفتم؟ اینا نگاه کنید دوستای عزیز. اینا نگاه کنید دوستای عزیز. اینجا
اینجا کوشش کردن که پرووکاسیا کنن و اون پرووکاسیا که از طرف حکومت کرده شد واقعا برای خوب اصلا جوانایی که بیرون میشن و میخوان که حق خود بگن، اونها نمیدونن که پرووکاسیا چخیل کرده میشه و اونها از خاطر ناموس خود بیرون میآیند. و اینجا ببینید مردم حتی در داخل تاکسی میترسن. نگاه کن همین نفر اول بستین، همین نفری که ماسک داره این میره اول بستین داخل، این نفری که ماسک داره نگاه کنین، دید که همونجا کامera کرده ایستادن، اومد به سر همون کامera کنن. نگاه کنین اینا دیدین همین نفری که ماسک داره، اینا این نفری که ماسک داره دیده ایستادین، این نفر اومد طرف ماشین اومد همون کامera کنه، حتی کامeraش از دستش گرفتن. به خاطر چی؟ یعنی اینجا چند نفر باید کامera میکردن در ماشین، اومد بسن شاید بزاکن میاد انمی نگاه کنید مثلا شرایط نگاه کنید چه خیلی یک 5 نفر اومدن، اینو از چی کار میبرن؟ اول در جای آدم در آوردن که این حقارت کنه، مثال گفته ایستم. نگاه کنید انمیجا کوشش کردن که در اینجا یک نفر را بیارن که حقارت کنه، اوانگاردو نویستن که ایجا برین گم شین، شما وطنی ما رو خراب نکنین. یعنی نگاه بکنین که حکومت تیار کرده است به این روزای تیار که همه کوشش کنه که مردم بدخشان با دیگه مردم منطقه جنگ بدوزه و در دستی و اوانگاردو در پلاکت ها می نویسن که مثلا مرگ با مردم پامیر می نویسن، بعد جورا حکومتی ها میارن آدم ها رو در مبین اوه با این بچه هایی که مثلا احساساتی هستن میورن جنگ شو میدوزن. اینا همین کار استفاده بردن. و دوم یعنی ما در اینجا به خاطر تنها گپ نیستیم، به خاطر نگاه بکنیم تشخیص بکنیم که چی کار گذشته است. و باز هم میآین نگاه کنین که از چند طرف میآین ایو نگاه میکنن که امی آدم زیاد نشوه. از طرف اول نگاه کنین که در اینجا که من نشان دادم اینجا این نفری که اومده ایستاده است، نگاه کنین این نفر خیلی نفر چند تا اینمی که اومده است، اینمی خفر چند نفر همینو در اینجا موندگیان که همین تاکسی ها و ماشینایی که در همین جان که همین ماشینا سیگنال نتنه کامera نکنن. اما یک خوش خبر دیگه به همه شما دوستای عزیز دارم که این اولین قدم است برای انقلاب. باور کنید دوستای عزیز که این اولین قدمی هست که برای آینده خیلی کارساز خواهد بود. یعنی دیگه همون وقتی که ما یک جا را یک راه پیدا میکنی، وقتی که راه کار کردن سر میکنی، هم یک کمک وقتی که راه ساز میکنی فکر میکنی که تمام حرکت کردی رفتی و پیش. این اولین حرکت، اولین قدم بود که این برادرای ما بیرون شدن و حق را طلب کردن. انشاءالله به امر از خدا روز تا روز بیشتر و بیشتر مردم از اینها می آموزند و اینها کاری را کردن که در دوام 30 سال هیچ که کردن نتونست. اینها دوستای عزیز جوانهایی هستند که واقعا باید باعث احترام اینها احترام گذاشته باید شود. و نفرانی که امروز واقعا در افیرا میفروین در همه جا ما با شما قسم میخورین شما در کجایین که با برادران نیستین. و همه نفرانی که امروز میشین نگاه میکنین اولی بیستیم نه، همه نفرانی که افیر دارین مردم دعوت کنین که بیان با برادران بفروین. همین خیلی سر میشود دیگه، کار دیگه یگون روح دیگه نداره. این انقلاب دیگه شاخ دم نداره. امروز واقعا مردم ورو اومدن در بیرون سر صبح. به همون خاطر از دوستایی که افیر دارین برادر افیر دارین کوشش کنین در همین روزای نو از سر صبح یعنی شب خواب کنین، صبح افیر کنین تا اینکه مردم همین خبرها بیشتر بتونن که مردم از این خبرها استفاده برن، از داخل بدروین. وقتی که مثلا تا ساعت 1 شب افیرا میرون، بعد مردم بعد میرین خواب میرین میخیزن نماز بومدو تا میخونین ساعت 12 میشه، ساعت 1 میشه، ساعت 2 میشه دیگه همون چیشا گم میکنه. هاز اگر نگاه کنیم در اینجا ساعت پیشه وقتی که ما برآمدیم و سر میکنیم در تاجیکستان دیگه شوش دیگه. به همون خاطر کوشش کردن در کار که دوستایی که در اینجا هستین تماشاگران عزیز شما نیز امروز واقعا کارساز هستین، کمک میکنین و باز هم گفتنی هستم که باز پخش بکنین، لایک بگذارین. بعضی نفرها ما را مسخره میکنن، مذاق میکنن که شما میگین لایک باز پخش این چیزا، چون که برادرها ما میخوایم که صفی هم عقیده های ما زیاد شود.
مقصد ما در اینجا در پیش کامera نشستن با شما صحبت کردن این است دوستای عزیز که همفکران ما و شما زیاد شود، ما گپی برای گفتن داشته باشیم. مقصد از مبارزه زیاد کردن آزادی خواهان، زیاد کردن آن اشخاصی که نمیگن که سر خم شمشیر نمیبرن، میگن که سر خم شمشیر میبره و ما در انتظار و در جمع آوری همون انسان های هستیم که واقعا به خلاصه میگن که ما دیگر نمیتونیم در این ظلم زندگی کنیم. و بعضی از نفرایی که میپرسن شما چی برنامه دارین، باید شما برنامه پیشنهاد کنیم، من با اوناس جواب میتونم که دوستای عزیز اینجا ما در مبارزه انتخاباتی نیستیم که برنامه را چی کنیم. برنامه اول انقلاب کردن ای دوستای عزیز. همه نفری که سوال میکنن ایو چی برنامه دارن، برنامه اول انقلاب کردن که کشور تا دست نروه، بعد دیگه برنامه را با ملت یک جا می نویسیم. وقتی که یک حزب یک حرکت پیروز میشوه او باید که برنامه‌اش با مردم و نگاه از هم داخل نزدای بیرون بشینه در جو برنامه بنویسه و برنامه چی به درد میخوره. ولی کادرها باید آماده شوند، کادرها باید درس بخونن، بیاموزن، حکومت داری را بفهمن. ما امروز ان شاء الله کادرهای بهترین داریم که میتونن حکومت پیش ببرن. ما امروز بهترین کادرهای داریم که میتونن برای دولت ما خدمت بکنن. از اون کادرها استفاده بردن در کار. امروز جوانهایی که در تمام گوشه های دنیا درس میخوانن و برای آینده کشور کوشش میکنن، میرن تاجیکستان بدون تقه نمیتونن که صاحب کار بشن، اونا را نیز به نظر گرفتن در کار. های آن نفرانی که میگوین که ما کادر نداریم، ما نداریم نفری که کشور پیش ببرن، ما نفرای زیاد داریم کشور پیش میبرن. شما نترسین که رحمانوف رفت تاجیکستان جنگ میشن. نه، رحمانوف دیگه راه نداره بجز رفت. رحمانوف بعضی مخالفین مبارزه میبره بای میته. رحمانوف بعضی آدمای تظاهرات کننده تیر میکشه بای میته. رحمانوف بعضی مردم جنگ میکنه بای میته. رحمانوف چی کار میکنه نمیکنه دیگه راه نداره. یعنی یگانه راهش استفاده دادن که ایرا تا اگه بازور نفهمونیش نمیفهمه به خوبی. یعنی 7 سال شد فهمونده ایمش که دیگر راه نداری. اصلا رحمانوف باید برای ما تحفه بده که ما همین را فهمده ایمش که تو دیگر راه نداری، تو باید برای ای علولک بلولک تر ما نمیخوایم که در اینجا بیان خشتکی تنورک بشوند. یعنی ما نمیخوایم که کشوری ما تنها از یک خانواده حکمرانی شود. ما میخوایم کشور داشته باشیم که در آن کشور هر یک فرد آن ملت، هر یک فردی از این ملت آرزوی رئیس جمهور کردن را بتونه بکنه، آرزوی پیشرفت بتونه بکنه، از زندگی خودش در کشور خودش پیدا بکنه. امروز دیگه از این زیاد میشه که ملت ما در تمام دنیا پهن شده است. هر کسی را که میبینی با خونه و درش از تاجیکستان فرار کرده است. امروز اگر در همین پاسپورت روسی و دیگه پاسپورت دیگه کشورها اگر بدون مشکل داده شود، در تاجیکستان 1 میلیون نفر هم نمیمونه. چرا نمیخوایم این حقیقت بپذیریم؟ خب دوستای عزیز، باز هم کامنتارهای دوستایی که در جمعیت از لیون کینگ، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک نفر نیست که حاجی میرزا ایشون نوردین بخیزین گپ زنین از برای خدا. خب دوستای عزیز، اینجا یک گپی که اکثر مردم در داخلی کشور که هستن، اونها اگر پیشکی گپ میزدن اولی ما به این حالت نرسته بودیم. برادر یک نفر میخواد صحبت کنم، بفرمایید دوستی عزیز. فرمایید. سلام علیکم منوچهر جان. با علیکم السلام دوستی عزیز. سلام به مردم پامیر، 100 سلام به غیرتی مردم پامیر بدخشان، 1000 سلام به جوان مردان پامیر. من شهروند تاجیکستان افتخار از یک گوشه وطن میکنم که چنین مردان بغیرت، چنین مادران بغیرت دارن. میلیون سلام به مردم بدخشان. سلام ما به تمام مردم بدخشان، به تمام مردم بدخشان. افتخار ما به مردم بدخشان. درمو دیگه نمیدونم به مردم چی بگم. اما قدر خواستنیم که کسی که وارد سر قدرت آمد کو تاریخ تاجیکستان باید غیرت مردم بدخشان باند. بعدا سخن را دوام میدیم. مقصد من راستی بار دیگر نمیدونم از این غیرت این مردم، از شجاعت این مردم، از خرسندی نمیدونم دیگر چی بگم. احسن به جوان مردم بدخشان. سلام بعد به تمام بینندگان شما، صغرای کوهستان.
تاجیکستانی، سلام به تمام مردم تاجیکستانیان. از یک از همینجا کامنتر را خوندی که حاجی میرزا را دور کنین دیگه، ایو دیگه نمیشون، یا در پامپرس جزیر کدگیان و بر وقت پامپرس را جزیر کدگیان برا او سکنین. ما به تمام مردم جمهوری تاجیکستان، به تمام ناحیه و شهرها و تمام جاش میرسانم که شما دیگه نگین که ما میخیزیم با امراهی مردم بدخشان. شما بخیزین در ناحیه هاتون طلب کنین که سوید ما را بتین. او مردم بدخشان کارش کرد، او مردم بدخشان کارش در جاش کرد. شما بخیزین هر جا انتظار نشین قصر پرزیدنتا، مردم کلاب بخیزن پیش حکومت شهر کلاب خیزن جمع شین سهر برین ما سوید نداریم، او نداریم، تمام مشکلی را داریم، کدامش هم میخواین. دویم با تمام مردمی که زندانی داره، زندانیان بگنا داره، خطا نکنم 90% زندانیان ما بگناه هم. مردمی که شما پدر مادران برادران زندانی ها شما بخیزن از پدر مادرات برادراتون آزاد کردن زندانیاتون طلب کنین. چی مشکلی است مشکلی ها را طلب کنین. مردم بدخشان کار اخچه میکنه، مردم بدخشان هیچ وقت عقب نمیگرده. شما درباره ما بستین نبودن سوید طلب کنین، نبودن آب طلب کنین، نبودن جای کار شرایط را بخیزن. هر یک قشلاق با جای خطان. این هم امروز یک خبر دیگه حاضر رسید در مردم قبادیان در سایت محمد اقبال صدرالدین پیش قدم بدن. جنایتکارا را که می نوشتن یعنی علاقه چند ساعت پیش شکار به مردم قبادیان سر کردگیان. مردم قبادیان بخیزن، شما هم بخیزن طلب کنین، نبانشان ناحقی کنن. بعد منوچهر جان گفتنیم که تمام مردم فکر نکنن که ای کلاب بخیزندشان ببین، ایلیل نوباد بخیزندشان ببین، هر جا بخیزندشان ببین. نه، هر یک ناحیه، هر یک قشلاق، هر یک جا در حکومت جای خودش براوه. مردم کلاب خیلی حکومت طرف حکومت خودت برا بخبره سویتی ما را اینمی امروز اعتبارا سویتی ما باید نمبره طلب کنین. باید در روشنی، در جای گرم، در بهترین جا زندگی دارن. شما در آغل زندگی دارین، خیزن طلب کنین سویتاتون گریان کنن. مردم زندانی دارین، زندانیاتون بگناه، بخیزن طلب کنین. همه کسا، همه مردم زندانی دارو همه جمع شن یک جا، همه یعنی سحر بخیزن، همه خود در شنبه خود در جای هستی بخیزن یک جا شکایت بخیزن، شکایت برای پیماندان اختام کنین. این فرصت برای شما موضوع کردن برای برادران شما عزیز. بسیار همجا یا تاکید زور کردی. زندانی دارد برای زندانیات بخیز، سوید نداشتگید برای سوید بخیز. این برادر بخیزیم بگین که ما سوید میخوایم، تمام امروز این برای بطن سوید ما را نکشن. مردمی پامید کمش کرد، مردمی بدخشان تمام مردمی بدخشان جاش گرفت. تاریخ تاجیکستان شجاعتی مردم بدخشان تاریخ میکنه. تمام تاریخ در 6 نامی و شما بخیزن در تاریخ طلب سویت نکنه که مردم کلوب افغان، مردم بدخشان به خاطر غیرتشان، به خاطر وطنشان، به خاطر ملتشان قهرمان یکم شدن. دیگه جات بخیزن یکم دیم جا را گرفتن بگیرن، یکم میگیرن جا را، بعد میبونن در آخر بعد پشیمون میشه کاش چی بند وقت ما نخسته رنگ مردم بدخشان، رنگ مردم فلان جا که اقلا جای سوم چهارم دهم جمعه رسید تا بعد پسان پشیمون میشه. خصوصا با مردمی که زندانی داره. کسی که زندانی داره همه دیگه بخیزن پیش در کامرا میبرامدن. محترم جناب عالی محترم رستم امام علی، ما از شما خواهش داریم، این خواهش دیگه نکه، تمام بخی بره آزاد که بیار دلشه. بچی خاطر زندان کردی طلب کنه. تمام هر جا اگر همین سه ناحیه خست یقین دانه شما پیروزن. سه ناحیه غیر بدخشان، یا کلوب، یا لیلنوباد، یا قبادیان، یا قمسنگیر، همین سه ناحیهش در سه جا خست. تمام شما یقین دانن پیروزن. سه جا شنبه را فکرش نکنین. مردم کلوب خیلی در طرف حکومت کلوب
ما در پریامویا تماشا میکنیم ما تیاریم بخیزن سهر پیش حکومت سوید نداریم او نداریم یگم شرایط نداریم باور که کو مرگ به ما و به می زندگی مرگ نه سوید داریم نه او داریم نه زندگی حلال داریم ای همش پسترینش غلامیم صدامون برآورده نمیتونیم آوازمون میبرن امو چوکاشون عقب خلا میکنن بخیزن اینمی کدام در مهاجرتی زنگ بزن پدرت برادرت مادرت کسی هست زنگ بزن بگو ما دیگه قوتی سوم روی کردن ندارم برای سویت شما نه سویت ندارین ما سوم روی میکنم سویت میکنم بخیزن طلب کنه که نرخی ارد نرخی روغن فروورده شوه 5 چیز طلب کنین 5 چیز قیمت های بخیزن در حکومت برین از گمرک آزاد کنین این چیزا را گمرک ارد کسی که ارد میداره از گمرک آزاد کرده شوه از نالاگ آزاد کرده شوه در درون بازارا تجارتکارایی که مناپولیا کردن آزاد کرده شوه همه را آزادی طلب کنین که همین چیزای درجه اولیه آزاد کرده شوه با شما سبکی بیاد بخیزین طلب کنین تمام شما نه جنگ کنین نه یراق بگیرین هیچی نگیرین جنگ نکنین کسی دمیرتون دم میبروید چی گپی میگه براتون راست فقط نزد حکومت کلاب حکومت قبادیان للنابود در طرف للنابود همه ایجاد به همون طرف حکومت داراتون طلب کنین سوید ارزانی بهبودی کمبودیاتون طلب کنین تمام هیچ کس نزنین زدن شما که نزدن هیچ کنه نزنین کدام ملیسایی که دمی رای شما دم یکو با کارکنی حفظ حقوق میا یا یراق داره یا بازوری میا او وقت چونم سوید ندارن نانی خوردن ندارن ای طلبندگیشون ای سومگیری ای پراگیریشون شرمندن بیچاره بیزار شدن هیچ وقت وسنی شما نمیخزن یک بار غیرت کنین زنگ بزنین بخزن هر جا طلب کنین او مردم بدخشان کارش هم میکنه خودش دیگه همین شما بخزن مردم بدخشان کارش هم میکنه خصوصا اول تاکید ما به مردم یعنی زندانی دارا شما بخزن حتما بخزن عقب شما دیگراش میخزن شما دیگه چی دارین که بای بتین پدرت زندانه برادر بهترین زندانه خودت در فشاری عذاب مشقت در بسویتی در قیمتی یکم حالتی خوب نداری دیگه چی میترسه یک چپلاق مرگ به شما و جوان مردی که یک چپلاق بترسین و یک مشت بترسین و یک مشت خوردی ابدی سوید داری ارزان میشوه کار ترش میاوی حقوقی خود دیگه حمایت کردن میتونی بخزین مردمی کسی که زندانی بگنا دارن شما یک بار دو بار شکایت کردی رفتگی دیدگین بخزین هم خیلی ما شکایت آمدگیم که بگذارن همین فرزندای ما بگنان طلب کنین برای چی بگنا سود کردین طلب کنین دیگه شما یگون فکر یگون چیز نکنین بعد با شما گفتانیم کوهستانی که در همین مدت با تمامی همین مخالفان رساندنیم که چی با شما چی با حسین اشرف چی با سلمان خلیقов چی با محمد اقبال صدردین اساس با استاد محیدین کبیری زمانی رسیده که بالای منبر از باشه همه باید باشه افیر باید 24 ساعت قد نشوه دیدگاه هم همین گونه همین من خواهش دارم بس کنین آجی میرزاد بخی داملا محمدلات بخی داملا عظمت بخی و 5% ترک کردگم بگرفتگه 5% و بران هم 5% شون اول تازه کنن بعد نوبتشون میرسه نوبتی اومده در کار نیست دیگه خدا نگهبان منوچهر جان با تماشا میکنم با میدرم در واقع با میدرم صداد نیست منوچهر صداد نیست تشکر زیاد دوستی عزیز خوش آمدین واقعا صحبت خوبی داشتین دوستای عزیزی که باز هم در جا هستین میتونین که باز پخش کردن این پخش زنده که این پخش زنده شما هست تنها به خاطر رسانیدن حق اینجا ما نشستیم کوشش بکنیم که بیشتر جوانان ما از اوی که گفته هم وقتی ما دندی بازی بود اوی که دندی بازی مینن بدرویان حقیقت بشنون بله امروز روزش است که حتی دادرت برادرت کشت نمیکنه اما هم عقیده 1000 بار از دادر از برادر از خشت بار بهای برای هم
همیشه مبارزین با هم عقیده خود رفیقتر دوستترن از اوی که با خشتبار خود. تشکر دوستی عزیز. باز هم در اینجا برادر علی فرمود. آخران سخن منوچهر جان، آخران سخن من به مردم بدخشان میرسانم، بعدا میبرم. احسن به غیرتتون مردم بدخشان. باور کنه که 100 سلام نه، 1000 سلام نه، میلیون ها سلام به مردم بدخشان. گفتم بگی برادر عزیز، کمی بعد گفتی. نه باور که دیگه در این غیرت این مردم، جوانمردی مردم دیگه من نمیدونم چی بگم. من قدر میخوام کسی سر قدرت آمد کو هر یک نمی پارچه‌ای که در کامera غلطیدگی، صورتایی که مردم بدخشان غلطیدگی کو او باید در کتابای ما، در تاریخ ما جا کرده شود. این مردم بدخشان این باید جا کرده شود. کسی که اگر میاکو حتما این باید تاریخ شود که قدم اول گذاشتن. این انسانات در حقیقتا برای یا افتخار، برای یا شرف، برای یا ناموس ارزنده است. در حقیقت من با این ملت، با این گوشه که از گوشه وطن ما، یکی از پارچه های وطن ما کو، یک سرزمین ما کو، ما خود ما دورم، یکی ما از آنها افتخار میکنم که چونین در وطن ما سرزمین، چونین ملت بغیرت، چونین ملت بناموس، چونین ملتی چه بگم دیگه، چونین ملتی که با فرهنگ، با تمامی هستیش ارزندن بایا. ما افتخار میکنم ایوا. من فخر میکنم به شما مردم بدخشان، مردم پامیر. من از پشت شما فخر میکنم. از این روز اعتبارا فخر میکنم که تاجیکستانیم. در تاجیکستان ما اگر تمامش کره زمینش مرغ شیرگی باشه، یک گوشه کنار یک کوچکترین زمین داریم که در اون زمین مردم بغیرت، مردم جسور، مردم با ایمان، مردم با وجدان، مردم متحد داریم که این از نامش بدخشان است. من فخر میکنم با بدخشان. الله نگهبان. تشکر زیاد دوستی عزیز. تشکر به همه تماشابینان عزیز. تشکر به آن انسان هایی که امروز دارن افیرهای ما را تماشا میکنند و دشمن ها نیز بیکار نیستند، کوشش دارن که دل شما را سرد کنند که اینها همش قفای پدپیش چی که آبونه هستند. به خدا که گپا نیست. ما به خاطر شما هستیم اینجا، به خاطری هستیم دوستای عزیز که هر یک از ما شما فرزند داریم. امروز روز استراحت میخوای، هر یک نفر میخواد با فرزنداش وقت بگذرونه، اما امروز ما نیاز داریم که با مردم یک جای باشیم و مردم بیشتر از حقیقت بفهمانیم و نگذاریم که برادرای ما و شما تنها باشن. خب برادر، دوستای عزیز بیشتر باز پخش کنین، شاید که من یک با زبان آلمانی و دیگر زبان ها شاید من صحبت بکنم در اینجا، یعنی مراجعت بکنم به دیگر کشورها نیست که بفهمن. این صحبت ما را همه گوش میکنن. در کشور آلمان هستیم، حتما آلمان ها نیز زمون بگیم که امنیتش گوش میکنه که در چی باره گپ میزنیم. به خاطر خیلی مردم خب به خاطر وطن شو دیگه مجبورن، اما به همون خاطر کوشش کنیم که زیاد مردم در اینجا فریاد کننده من با زبان آلمانی گپ بزنم و مراجعت کنیم. هرچند که بیشتر باشیم دوستای عزیز، این گپ ما میرسه به هم مردم که چی گپ گذشته ایستاده است، چی شده ایستاده است، که ما بتونیم نه تنها با زبان خودمون بلکه با دیگر زبان ها جامعه جهانی را بشناسونیم. خب تشکر دوستی عزیز. باز هم در اینجا یک نفر به نام علی. بفرمایید دوستی عزیز. علی بفرمایید صحبت کنین. علی بفرمایید صحبت کنین. خب پراوا на голос بفرمایید صحبت کنین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. برادر جان منوچهر صاحب سلامتی خوب؟ بله دوستان، همین آواز تو کمک بلند است، کمک پسترش کنین ده مردم اذیت نکنه. اساسی خوب شد گپ زنید. گفتنی بدم که برادرای بدخشانی در آزادی برای که در تاجیکستان محکم شدگی نازی بر رحمانов گفتنی هم که هوشیار شوه این مردم بدخشان قدی با مانند مردم مثال رایونای دیگه 5 کلخوزآباد قمسنگیر نیستند
اگر پیام باشه هشیار شوه که مردم уже خستگی هستند. مقصد این ظلم برای سویت دیگه و دیگهش امروز فقط برای بدخشان اینجا بچه ها قید کردن که مثال سویت هم میکشن یا او هم میکشن حاضی فقط برای برادرایی که حاضی در اونجا جمع شدگیان چی درخواست داشتن مراجعت کردنی بدن که برای چی این ناخوشی ها مثال رخ داد در بدخشان ما یا را بردن محکم کردن. مقصد اون در رسانه های خودش شب و روز لاف میزنه که در سفینه باشه یا در کانال های پروینش باشه در کسی باشه نباشه که ما به مثل اروپا میخواهیم آزادی باشه و سری و پری باشه اقتصاد ما پیشرفت باشه خیلی ایجاد مردم نگاه کنه که در چه حالت قرار داره. بعد بعدیمش گفتنی بدم که مردم 5 در یک وضعیت فوق‌العاده قرار داره حاضی بمانند پامیر ایمی رایونی 5 یگان تش آواز شنمه بروره مفتیش هم پراخره سودیش هم پراکرورش هم همه کارگرایی که در حکومتش کار میکنن پراخرن. مردم بدخشان در آزادی برادر منوچهر در ما شام نزدیک های بخشش کلام با دوام میتیم بعدشون. خوب تشکر زیاد دوستی عزیز. باز انشالله در صحبت میشویم. دوستایی که در اینجا هستین داخل بشین در استودیا. اگر که گپی برای گفتن دارین میتونین داخل استودیا شوین، میتونین که در اینجا بدروین گپی خطاب بزنین، حرفی خطاب برای جهانیان برای مردم برسونین. و من نیز گفتنی هستم که کمی با زبان آلمانی سر میکنم صحبت کردن که برای مردم دیگر کشوران فهمو شود. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sprechen hier, wir reden hier in dem Live über Situation in Badachshan. Badachshan ist ein Teil von Tadschikistan. Ich meine die Badachshan, die in Tadschikistan ist. Und jetzt der Mörder, unser Diktator, hat 3 Menschen getötet. Da ist jetzt Menschen sind auf der Straße, da der Regierungsarbeiter und diejenigen, die für Präsident arbeiten, haben ein paar Menschen getötet. Aus dem Grund, wir sind sehr berühmt und wir sagen jetzt die Wahrheit. Wir müssen die Menschen einfach auch hier mal zusammenführen und sagen, wir können nicht sowas dulden. Wir werden für unsere Werte, wir werden für unser Land kämpfen und wir werden den Diktator konkret sagen, wir werden nicht einverstanden sein, wenn wir sehen, dass er so viele Menschen tötet und wir brauchen eine konkrete Bewegung. Wir müssen einfach uns bewegen gegen den Diktator. Und wir machen das auch. Und in dem Live geht auch über die Situation, was in unserem Land passiert. Und wir versuchen, den Diktator den Weg zu kürzen. خوب تشکر زیاد که شما گوش کردین دوستای عزیز. بعضی چیزهایی هستن که باید فهمونده شوند برای جامعه. دوستای عزیزی که در اینجا در لایف هستین میتونین شما داخل لایف شوین و با نوار یا اینکه بدون نوار میتونین صحبت بکنین. لایف ما ادامه دارد و من از کوشش دارم که یک نوار نو که از خارق روان کرده شده است برای شما نشان بدم. اینجا خوب حادثه ای که امروز شد دوستای عزیز شما بیشتر فکر میکنم دیدین گپ چی گپ شده اینجا. از من شار سکرین خب باز هم نفرایی که گپ زنن میتونن نفرایی که می نویسین در چت ما کمک شما را بخونم که شما نیز در اینجا دوستای عزیز کوشش میکنین که کمک بکنین و مردم بیشتر در اینجا پیدا شوند.
خوب ظالمان مرگ و ظالمان زنده باشه برادر ظالمین ظالمین. خوب این گپا همش معلم. خدا رو شکر. خوب در کامنتاری ها هم دوستای عزیز نوشته ایستان کم کم هر فکر اندیشه دارین میتونین در کامنت ها بنویسین و ما نیز کوشش میکنیم که بعض نفرهای مهم رو خوب برادرایی که پیوست شده استین در داخل برادرایی که داخل استودیو در اومده استین من اکثریت رو در اینجا داخل شدگین اما از چی سبب باشه که شما نمیتونین داخل استودیو شوین و باز هم نفرانی که واقعا گپی برای گفتن دارین میتونین داخل استودیو شوین. بعد این لایو فورم به این معنی نیست که ما باید 24 ساعت هم تا گپ بزنیم. ما میتونیم کمی تنفس هم بکنیم انتظار شویم که دوستان و برادران ما داخل این برنامه شوند و بتوانند که نه تنها ما صحبت بکنیم و همه دوستان نیز در اینجا صحبت داشته باشند. خب
خوب دوستای عزیز، ما کم این طرف نگاه کردم خبرهای پیدا بکنم که برای شما برسونم، چون که شما امروز میدونین همون رئیس ناحیه کوهستان بدخشان پیش مردم رو اومده بود، با مردم صحبت کرد که مردم سوال برانش کردن، از سوالای مردم فرار کرد گریخت و یک دیگه مردم مجبور شدن که طرفش کلوخت دنگل کنن. وقتی که طرفش سنگ پرتافتن، از اون طرف مردم با کلاشنیکوف زدن. یعنی 3-4 نفر میگه که در اونجا کمک از پاهاشون و دستاشون جراحت برداشته هستند. انشالله که دعا کنیم برای اون انسان ها که جراحتشون خوب شوه. خوب دوستای عزیز، افیر را دوام میتیم. نفرایی که در اینجا هستن باز هم میتونین شما داخل افیر بشوین، صحبت بکنین و ما هم به این مقصد گفتنی هستیم دوستای عزیز که اون جمله را فراموش نباید کرد که ظالمین مرگ به نیرنگتان، خون شهیدان ما میچکد از چنگتان. اینها همون نفرانی هستند که توانستند این خانواده غاصب توانستند که یک کشوری را که میتوانست یک جای برای آزادی خواهان باشد، یک کشور بهترین باشد برای نفرانی که میخوان آزاد زندگی بکنن. اصلا همین مردم ما وقتی که شوروی بود مبارزه را در زمان شوروی سر کردن به خاطر آزاد کردن کشور، چون اینا میدونستن که خوب شوروی برای یک همیشه نمیمونه و حتما روزی خواهد رسید که شوروی از بین خواهد رفت و به همین خاطر مبارزه بردن تا اینکه این مردم ما آزاد باشن، نسل ما خوب آزاد به غایه برسن، مردم ما بتونن که با عائله های خودشون در یک جا زندگی کنن. اما چون که شما دیدید از اون که اکثری مثلا هم آدمایی که دانشمند فهمیده هستند در همین روزهای سخت میترسن، میگریزن. بعد یا بی سوادی که ریسک میکنه مثل رحمان و وطن هم میگیره، بعد سوء استفاده بردن میگیره، بعد او سوادار دور میشنه هی ما خب کردیم شدیم. برای همین روزی هایی که مردمی همون ژورنالیست ها و همون با سوادایی که خطا میگه ما طرفدار ملتیم، طرفدار جامعه ایم، امروز باید شما داخل بشین گپ بزنین. فرون برادر از سن پتربورگ. سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم اکا صحبت خوبه. تشکر زیاد از شما پرسیم. خدا را شکر الحمدلله. امیدوارم که برادرای مبارز خوب باشند، تنج باشند. چی گفتنیم که برای مردم پامیر خداوند رحمت و مغفرت کنه گذشتگانشون. این لعنت کرده الله و این کاری کردگیش باید که نزد قانون و نزد تمام بشر باید که جواب بگه. با این کارای غیر نادمیش است، غیر نامردیش است. اکا 3 روز شد وقتا سرم درد میکند. 1 شو نیم شو چی درد است، چی روز است. هش پشون در شک غلطه مکا بخدا. این یک قرغز میگفت، این افغانستان میگفت، این چی ها میگفت. این بدبخت، این پدرسگ. ای مردم از شما خواهش میکنم لایک بجقه اوه ببروی در یک افیرو در این تظاهرات اشتراک نه چیماسه بیای همه کسا یک جاش نگن شما از دیگر ما از دیگر اینو اون همه یک مشما بای برادر اسلام بخیزه بخدا بریم وطن از دست این لعنت کرده الله بگیریم و ما خاموش بستیم اکا. ما اگر به همین روز بریم مردن ما به حسا که به خدا قسم که ما را خواهرام و تجاوز میکنن، مادرام نه میبرن، این مردای شهر مردا را میکشن. این یکه ایزد دمون دمی قدر سرگذشت تاجیک بود یارک. اوکی چی بگم اکا جان به خدا چیکار شکنیم اینا را اکا اوزمون میروه. بله برادر از گپای شما میروه. از اینجا از طرف تلفن کرده ایستادن که صحبت بکنن به همون خاطر بیاین. خوب شما در اینجا در داخل باشین برادر عزیز، در اینجا واتساپ گپ زنم بعد با شما را میمونم گپ زنه. خوب برادر سن پتربورگ. خوب اکا جان. اینجا بیستین شما انتظار باشین. فرمایین برادرای عزیز.
سلام علیکم بازار بریده ما همدردی خودمون برای مردم بدخشان گفتیم بگو بفرمایید رای تو نمیتونیم در قواس چوب شده همینجا همدردی ما میگیم بیان کنیم هم مردم چه خیلی هستن. خب امروز چون که شما میدونید مردم سه روز است که تظاهرات دارن به خاطر کشته شدن یک برادر ناحق خون ناحق ریختن طرف حکومت و امروز 3 روز میشه که مردم تظاهرات دارن نه تنها در خود بدخشان و تمام دنیا. امروز در شنبه نیز مردم بیرون اومده بودن تظاهرات کرده بودن اما مستق بچهای اوانگارد پرووکاسیا کردن و جوانان را خبیدن بردن اما این سرشویشه انشالله. ما در همین اروپا هستیم در آلمان اگر هم که تظاهرات شد ما تیاریم آماده میریم. فکر میکنم که فردا در دورتموند باید بشه یک تظاهرات. فردا در دورتموند ان شاء الله میریم. ان شاء الله میریم. همین اگر بشه ما میریم. بله برای شما همه برای یک کس برای همه. نه گپ هم درسته برادرای عزیز ما هم به همین فکر هستیم که باید در برلین هم بشه اما فردا فکر میکنم که در دورتموند میشه. باز هم یک بار دیگه تاکید کنم پرزیدنت در کار که سهراب اما فکر میکنم که 100% است به خاطر که کار وقت زیاد نگیره. با برلین اومدن همه اکثریت مردم آلمانی که دیگه تماشا دارین ایرا بدونه که با که سهراب در علاقه بفروین. فردا روز در دورتموند روز یک شنبه میتینگ است برای مردم بدخشان و از همه مردم دعوت کرده میشه که در آلمان هستین در اوج حضور پیدا کنین. این چیزی مهم است و درد خدا گفتن در کار نشان دادن در کار که ما همدردیم برای هموطنان عزیز ما. دوستی عزیز این درد نشان دادن در کار نه این یک شانس است که ما با همه چیز دیگه سر کنیم همه کاره بر ضد این پیشوای ملت ما باید اگه قیام کنیم تمام دیگه همدردی خیلی گپون نیست. پونتو یک باید ما دیگه سوم روی نکنیم. هر یک انسان هست باید دعوت کنیم فقط دعوت که سوم روی نکنیم. هر یک انسان هر ما اگر 10,000 همون 10,000 شده استش خپا روی نکنه پرسر که چند کم شود در یک ماه در یک سال دیگه سومی نمیوان در ماشینشو بنزین ریزن سگو بر ضد یا تمام قیام عمومی همین گپ هم که واقعا چیز خوبه همین سبب شود همین که سوم میگن روی نکنن واقعا همین چیز بهترین راهی که ایره که همه باید همین کار کننده. بعضی نفرو فرزند دارن کودک دارن باید دیگه یک ریسک کنن. خیلی که این برادرای بدخشانی یک برادر اومد گفت که من گفت آمادم که خدم فرزند زن کودکم خطی بفرم که من بکشه همین رحمانوف که همین رحمانوف خونخور ایخون سیر شوه همین وامپیر ایخون سیر شوه یعنی وامپیر ایخون سیر شوه با همون خاطر آماده ایم. اما آیا مردم ما آماده میشن با فکر شما که همین یه ماه پل روی نکنن حکمت کس میخوره یا نه همین چیز رنگی چالش همی باید دعوت ما میگم دامو منبر مهاجر یا پرویم نمیشه اونجا آدم زیاده شما میتونه علاقه داری با یادگاری تو باید همین رنگ چالش گاو زدن همین محمد اقبال 3 بار اعلان کرد که کورپارتوی کنه چند هزار آدم ای کور چیکار باز همین سوما اگر مسئله فینانس لوبوی کورد فینانس ریشاد میکنه مسئله سوما شما خودشو ریشاد کنه دام بعدا رنگ میگن لایک همون هم که گفتن گیره برادرو سوم روی نکنه سوم بعد آدمو یک چالش ور اینا ما ایمو روی نکردن اوش همه برای میگه اینا ما روی نکردن دیگه هم که پام میشه سوم ایجاد همون سوم کی نبوش خود دیگه میپارتن ما را همین چیزا سخت بیدن در کره این دیگه این هم قصو اگه موقع میخوردم اگه بگذار پیشوای ملت دیگه خوب نبینه چشمش اساس بذاری صلح و وحدت و قلبی مردم قیام کرده زند رو تجاوز میکنن پیشوای ملتی ما امام شیطانی ما بله بفرمایید. تشکر زیاد. شما در افیر هستین دوستی عزیز شما در صحبت زنده و زیاد بله زیاد بعد اونا میگه مردم روی نکنه بگذار با همین دولت ها چرک میداده که فینانس های ما شکست فینانس باید کنیم و یا کسلارودی ما را محکم کرده استیم ما هم کسلارود باید محکم کنیم سوم روی نکنیم نالوگ نتیم همین پلیس سویچ اونا داشته نتیم
بفهمن که ما را میسونیم. ما تشکر دوست. شما همین کلی وقت در افیر بودین گپ میزدین. خب تشکر زیاد. اگر باز هم گپ داشته باشین میتونین در این واتساپ تلفن کنین، ما بگذاریم دیگه مردم ادرون استودیو تلفن کنن، شما گپاتون رو جمع کنین، باز زنگ تو میزنیم گپ بزنیم. لبای خوب تشکر. حتما دامون الو. تشکر. تو دیدار. دامون الو باشی. خوب برادر نظر بفرمایید. شما چند بار داخل میشین گپ نمیزنین؟ اگر گپ زن باشین فرمایید. سلام علیکم برادر، صدای ما میاد؟ ها صدای شما میاد، گپ بزنید. برای ما یه مشکلات تکنیکی داشتیم اینجا، ان شاءالله که برطرف کردیم و که یک دو سخن گفتن در باره انقلاب نه و گوس پریوارات میگن با روسا. انقلاب این یک مقصد با یک خون کشتار و دیگه به دست میاد و اما گوس پریوارات این چیزی است که با خون نوریخته آدم نکشته به دست میاد. اما من چون گفتنیم که پیش از یک کار یک اشیا دیگر چیز ساختن ما باید از چی سر کنیم. از چی سر کنیم؟ همچون یک تکنر، من نمیدونم تکنر با تاجیکی چی میشه. 6 سال دانشجو هستم در روسیه و ما پیش از همه کاغذ سر میکنیم، یعنی که چرتیاش سر میکنیم. اما امروز متاسفانه ما ندیدیم همین برادرای مخالفین که یک استراتژی داشته باشن که پیشنهاد کنند بین نمیدونم گروه هایی که هستن. یعنی که ما یک استراتژی ندیدیم. سپیشکا میگفتیم و سپیشکا اینا شد ایده دیگر سپیشکای خوب دیگر نمیشه و ما نمیدونم دیگه. خیلی دوستی عزیز شما اینا بگذار که این مخالفینی که اوزی هستن بگذار که یگان تای همینا چنین شما سوال نداشته باشه. نه شما در مبین دبر مخالفین هستم چرتیوش بزنین مردم تند مردم کوشش پیش برون. برادر عزیز من شما که جون اخیات این نگاه بزنیم. گوس پریوارات یک آدم یک دانشجویی که نمیتونه که با 6 سال شما اگر در قوت ما یک دانشجوش دین یک عالم دیگه در قوت ما شید با این کار کردن میتونیم. خیلی نمونه چهار تا آدم ببریم گپ زنیم وقت برای چرتیاش گفتایت نداشته باشیم، وقت به هیچ چیزش نداشته باشیم. یعنی شما چرا قوت ما را پر نمیکنید؟ ما در قوت شما هستیم، برای ما در قوت شما بودن. نمیدونم یا ارگانیزاسیا در کار است که نمیدونم مردم جمع کنین، روشن فکرها را جمع کنین، با آموزیم. مقصد در دولت‌های دیگه چقدر گوس پریوارات کردن ما اونا را با آموزیم، تجربه بگیریم و با خودمون پیشنهاد کنیم. نمیشه که آدم پیشنهاد کنه. من طرفدار همه برادران مخالفم، نه که باید که همین کار بشه. ما گفتی خیر برای شما درست گفتین که ما هر چندی که خیزیم گپ زنیم، اما یک قدم ماندگی برادران پامیری این بهتر از 100 ساعت گپ زدن ما و شما در همین افیر است. این را بسیار برادران گفتم. برای همین یک ارگانیزا در کار است که یک نقشه بکشیم. نمیدونم به نقشه هیچ به استراتژی ما هیچ جو پیش رفتن نمیتونیم. با این گپ ما شما هم فکر هستین یا نه؟ یا که ما بخیزیم گپ زنیم یا که ممکن این یکی از جز استراتژی برادران باشه که اول مقصد مردم رو بیدار کنیم، بعد یکون ممکن جز یک استراتژی اونا باشه. نمیدونم خیلی باشه یکون ما را بفهمونه که هست. دوستی عزیز واقعا این یک جزء استراتژی اولی روزی میشود که دیگه این افیرا نمی باشن. روزی میشود که این میدونین در یوتیوب افیر میکنین افیر نمیوین چون برادرها دیگه مشغولن. این افیر هم یه وقتا داشته باشین زیلا و بوداز افیر شده اساس لایف شده اساس در اینجا مردم گپ زایسن. اولی روزی میشه که هم وقتی از ساعت بیکاری میوین که بدرین قطعا برادرها تو گپ زنین برادرها تو نمیوین دیگه در اینجا.
این یک قسمی از کار هستک. شما نگاه کنید دوستای عزیز، از اولین برنامه‌ای که مثلا مبارزه سال 2013 خیلی سال 2012 حاجی عمر سر کرد و دیگر مبارزه اینا که وقتی که واقعا نسل نو در مبارزه بر ضد حکومت به خاطر چپه کردن اینی خانواده رحمانوف و گرفتن اونها اثر قدرت، ما اول نگاه کنیم که همون تاکتیک هایی که ما در اول داشتیم واقعا اونها امروز به یک ترکیب اومدن که مردم امروز با صدای خود گپ میزنن. امروز اگر ما و شما نگاه کنیم بعضی هم میگن که خیلی 7 سال گذشت، در این 7 سال شما چیکار کردین؟ این باید از ما این سوال کرده نشوه. این شما رو از خود، هر یک نفر از خود بپرسه که من چیکار کردم. از شما نگاه کنید که امروز میدیا در تمام دنیا اعتراف کرده شده است که میدیا، خبرها، اخبارها، یوتیوب و تمام این چیزهایی که برای رسانیدن خبر به کار گرفته می شوند چیزهای مهم در عصر 21 می باشند. و امروز مخالفین ما مایده با قدم های کوتاه، بعض وقت با قدم های کلان اومدن به همین خلاصه رسیدن دوستای عزیز، که به همین جای رسیدن که امروز الحمدلله مردم صحبت میکنن، گوش میکنن همدیگر، ما با همدیگر صحبت کردن آموختیم. امروز اگر ما و شما مثال 7 سال پیش انقلاب میکردیم، چی وقتی میشید که ما با همدیگر صحبت کردن بیاموزیم؟ چطور میتونستیم که از ظلمی که پایگاه او ظلم 30 سال شد در تاجیکستان رفته ایستاده است، او ظلم هر روز زیادتر میشه و او دور بشیم؟ امروز ما با همدیگر صحبت کردن آموختیم. ما امروز فهمیدیم که حقی خود چخیل طلب بکنیم. خیر خدا نکرده حکومت ایواز شد، باز همون حکومت اومد در سر مردم ظلم کرد، باز باید چیکار کرد؟ امروز ما مخالفین برنامه‌های دور اندیشانه داریم. این برنامه‌ای نیستن که این انقلاب چیزی نیست دوستای عزیز که بیاین یکی بار انقلاب شو همه بیان انقلاب. او چیزی را میگن که ملت به آماده بسازیم. امروز وقتی که صبر داری، نگاه میکنی 3-4 ساعت ایفی را گوش میکنی، فکر میکنی، یک ورق یک کتاب بگی بنویس که آینده باید قدم بگذاری که برادرای مبارز تا کمک کنی. امروز من نشستم دوستای عزیز با شما صحبت میکنم، کمک شما این هست که این نوارها را باز پخش بکنین. به خاطر چی؟ به خاطر پیدا کردن بیشتر هم عقیده های ما. این هم استراتژی از دوست عزیز که امروز خود نگاه کن برادر عزیز که ما موفق بودیم مخالفین که در دوام 7 سال اخیر توانستیم که اکثریت میدیا و جامعه خود با همون خبرهای درست سیر بکنیم، خبرهای درست برای مردم برسونیم. آیا شما دوست عزیز دیدین که ما در همین کار موفق شدیم و امروز مردم میدونه که حق خود چخیل طلب بکنه؟ اگر که ما مثلا یک وقت انقلاب میشد که مردم نمیدونست که چیکار کنه، بازم یک دیکتاتوری گمی اومد، بازم یک خودخواه دیگه می اومد. شاید یک نفر خودخواه باشه که در پیش مردم خودش مثل رحمانوف موش مردنشون بته و بعد برای سر حکومت بیا یک کارایی کنه که دیگه از رحمانوف بد کنه. آماده ساختن ما با او خاطر است که ما امروز باید شیرینشاه شاه تیمور باشیم. ما امروز باید آن نفرهای باشیم که برای یک کشور آینده دار کوشش کرده ایستادن، یک کشوری که تنها در یک ساعت عوض نشوه، کشوری که وقت در کار باشه مردم بسازیم و با ساختن مردم پیش بریم. اگر مردم ما ساخته نشه ما نمیتونیم که واقعا از همون قشت اول کار سر بکنیم. امروز ما تا جایی که شما میبینین الحمدلله 2012 همین قدر مردم برای مردم بدخشان گپ میزدن، نمیزد. امروز من خودم 2012 در پیش کانسول در یکترینبورگ برای مردم بدخشان اومده بودم، پلاکارد در دستم گرفتگی بودم. خیلی وقت دیگه صورتگیری و تلفن‌های چی نبود که ویدیو کنیم همه جا دنگل کنیم. همون وقتا دیدین دوستای عزیز که اکثر مردم نمیتونستن که با همدیگر هم عقیده بشن. امروز چرا باید ما بگیم که مثلا ما به هدفهای خود نرسیدیم؟ ما رسیده شدیم. ما با اون هدفی که گذاشتیم در پیش، امروز شما در اینجا نشستین، امروز دوستان در اینجا نشستن و ما با همون هدفها داریم میده میرسیم. و این هم قسم از همون استراتژی هست که ما میدیا را تای دست بگیریم. چرا مخالفین در قبال رحمانوف شکست خوردن؟ چون که مخالفین حداقل یک تلویزیون هم نداشتن بر ضد رحمانوف در داخل تاجیکستان. فکر این کارو نکردن.
این خیلی مثلا نگاه بکنین که در لهستان یا که در آلمان هر حکومتی که میان نمیان مخالفین یک تلویزیون خودشون دارن، یک جای خبررسانی خودشون دارن که مردمی که نمیخوان از اینا استفاده برن از مخالفین استفاده برن. و امروز ما را استراتژی را پیش برده ایستادیم که پیدا بکنیم همون راههایی را که دیگه اگر که انقلاب هم شد، یک حکومت دیگر هم سر قدرت آمد، یک مرد دیگر هم سر قدرت آمد، یک پارلمان سر قدرت آمد، که مردم جرأت کنن باز هم حق خود طلب بکنن. با نیارن یا آدم سر قدرت نه خودشو باز ای خفای معجزات بران نه. امروز ما میخوایم جامعه را سیاسی کنیم. امروز جامعه ما چی میگه؟ ای سیاست پلیده، ای سیاست دورجویی که اینمی گناه اساسی ما دوستی عزیز. استراتژی ما همه که مردم رو با سیاست بیاریم که هر یک نفر حق خودش طلب کنه. فرمون دوستی عزیز. مطمئن باشین برادر که جامعه ما امروز سیاسی شده ایستاده است و شما هم در این کار موفق هم شده استین تا یک اندازه. و مطمئن شدم که بعد این درست است اگر جزئی از استراتژی که باشد شما گفتین به نهایت خوب است. اما خوب میشد که ما یک نقشه می داشتیم در همین دالگاسروچنی پرسپکتیو نه و همین краткосрочный، یعنی که همین спичкایی که امروز شد در شهر خوروغ، همین در شهر دوشنبه دوستی عزیز امروز سپیچکا در شهر دوشنبه شد. امروز در شهر دوشنبه به 50 تا جوان ور اومدن. امروز در شهر دوشنبه 50 جوان ور اومدن برای چی کردن. اینا من همین نشون بودم. این شهر دوشنبه دوستی عزیز، اینا یعنی شهر دوشنبه ای، یعنی شهر دوشنبه دوستی عزیز. بس این شهر دوشنبه اینا. بله درست. این شهر دوشنبه دوستی عزیز. اینا اینجا نگاه کنین که اختلاف دختن که همدیگر حقارت کنن، جنگ کنن که مردم از همدیگر دور شوند. این شهر دوشنبه. شما نگاه کنین که اینا من در این فکر هستم برادر عزیز که ما با همین پیروارات و انقلاب ما تیار نیستیم. شما هم فکر هستین یا نه؟ ما برادرانی که در بیرون از کشور قرار داریم ما تیاریم، اما برادرانی که در درون از کشور هستن اونا تیار نیستن متاسفانه. یعنی شما با چی نیت میگین که مردم تیار نیستن؟ میتونین همین فکر خودتون کم عیان‌تر برای مردم بفهمونین؟ بله. امروز 3 میلیون با معلومات های اخیر یعنی 3 میلیون برادرای ما مهاجر هستن و بیرون از دولت. اینا کیان؟ اینا همون قشر جامعه که قشر جامعه که مقصد کلمه چه کلمه را ما استفاده برم در جا همون جوانان، یعنی که بعضا روشن فکران بیرون از جمهوری هستن. کی مونده است حاضر در جمهوری؟ همون چاپلوس ها موندن، همون کارگرای دولت که برای اونا این حکومت حاضره بسیار موافق است. اگر که حکومت بیره کنن اونا فقط بیکار میمونن برای جنایت های کارایشون جواب میتن. در پیش همین گپت برادر همون برادری که در اینجا برادر منوچهر التماس بگی شما در اینجا انتظار باشین. من شما رو دیده شدم میتونیم که گپ بزنیم. اگه گپی از داخل کشور داشته باشین اگر میتونین که گپ بزنین، اگر که نداشته باشین انتظار باشین این برادر ما گپ بزنه، من یک دو سوال ازش بکنم بعد شما بدروین. هم خیلی است؟ خوب برادر جان ما انتظار میمونیم. تمام. فرمون برادر. یعنی شما به این باور هستین که مردم ما آماده انقلاب نیستند. چرا به این خلاصه آمدین؟ یعنی فرمایید. با کسی من در تاجیکستان بدم و نزدیکی و در کسی که سوال میکنی که ای برادر همین حکومت خب گپ نزن همه سازه چیکار نیست دیگرش میایه همه خیلی میشه. میگم آیا خیلی دیگرش اومد که دیدن کم خیلی شد؟ میگن نه. یعنی بسیار ای مردم هستن آدمایی که میگه که بیزدار شده ما حکومت بره و گم شه، ولی بسیارش هستن که خب یعنی دیگهش میایه همه خیلی میشه. یعنی هم آدمایی هستن که میگن ما بیزدار ما حکومت بره گم شه. بله. اونها چه قشر جامعه هستن؟ کیها هستن اونا؟ بار میکنن نمیکنن همون کارگرای دولتی که در حکومت جماعت ها کار میکنن به نهایت بسیار هستن که میگه که ما بیزار شدگیم ما حکومت. یعنی که برای چی ما یکدیگر فهمی یکدیگر باوری نداریم در درون تاجیکستان، ما یکدیگر میترسیم به نهایت سخت. خب
ما در خونه گپ زدن در سر سرخون میشتیم وقتی گپ میزنیم قضیه دیگرمون خب میگه در تریزه کسی همین همسایه نشنوه بنای درجه ما دیگرمون باور نداریم بایم زیاد سبب داره بینهایت نمیدونم همون خبرکش و کارمندان نمیدونم بسیار شدگه برای همین کمی وقت در خوره برای ما برای همین امروز ما نمیشیم در پیش گپ تو یعنی این صحبت خوب رفته است معلوم است که با شما میشه صحبت کرد یعنی شما گفتین که شما در تاجیکستان بودین و در پیش دسترخوان با خانواده خود درباره حکومت گپ زدن میترسیدید اما از طرف دیگر تاکید کردین که کارگرای حکومت هم نیز هستند که بر ضد این رژیم هستند بله هستند بله این چطور فهمیده میشه نه من منظورم این بود که ما میترسیم یعنی که مبادا که ما بینهایت این مردمی مثلا میلیسای تاجیک بینهایت بیرحمانه با یک بیرحمانه مخصوص که ببینید مخالفان چیکارشون میکنن من خودم شاهد بودم که نمیدونم کدام جشنی بود پیش جشن نمیدونم ما اکتبر بود کدام جشنی از من راستی گفت نمیدونم قدر کدام جشنی بود همه نازاتی رو فریاد کردن بریم فریادشون که یعنی او در یک قشلاق دوری کوهستان خیلی یک کوهستان اومد یک کوهستان فریادش که میگه ساعت وقت بیاید یعنی یک غلام بینهایت یک رفتاری بد و اینا که یعنی ما میترسیم بله ما در اوج آواز ما بلند نمیکردم بعضی دو نفر در تاجیکستان همون برادرها میفتن بانی جورا اونجا میشیم بلند گپ نزد که سه نفر باشه یادش بزای عمیق برای همین بینهایت یک سطح من فکر میکنم که همین عقیده ای که دو نفر باشه یک نفرش بزای همین عقیده را خودی حکومت در ما جو کردگی خیلی خودت گفتی که مردم دولتی ای حکومت بیزورن در زمانی که مردم دولتی خودش حکومت بیزور باشه چرا ما باید از همدیگر بترسیم هم دولتی هم برادری ما باشه همون از حکومت بیزور باشه در این حالت چطور ما باید مثلا ترس داشته باشیم آیا شما فکر نمیکنید که حکومت کوشش داره که بدون خرج زیاد ما را از همدیگر هم بترسونه که دیگه ما حتی با برادر خود باور نکنیم بله درست است اما در اینجا باید ما نفهمیم که 100% همه حکومتی های از این پیشوا از این وزیر دیگه و دیگه بیزار هستند اونجا هستند که اونا منفیت دارند و کرسی و شتگیان و اونا نمیخوان که کرسی گرمشون دست بتن برای همین اونجا ممکن اگه 40% یا 50% اگر که بیزار که باشن در همین حکومت دیگراش همش منفیت دارن برای همین اونا با چنگال و با دندان و با همه چی دنبال این دولت میقپنن مثلا دست نرون اما خیلی از ولی بعد یه سخن با اجازه شما ولی بینه که ما مردم تاجیک در چی اندازه پس رفتیم حساب اکونومیک و دیگه دیروز پریروز بود ازبکستان دیدم و تانک بیسپیلوتنیک ساخته است که این یک پیشنهاد تمام چیز ازبکستان همسایه میسازد در 30 سال این چاپلوسا میخیزن میگن که ما تاجیکستان بود وقت در کره ای برادر آخید گرمانیا بعد نه گرمانیا میگه برادران میگن که اون نیمز بچه دیگه او یکم دیگری نداره که همون نمیسم آدم ای گرمانیا ببین بعد جنگ یکم جهان هیتلر اومد در چند سال یک با هم ابرقدرت یکم جهان کرد نیم جهان گرفت که خیلی با همه یعنی تمام جهان بر ضد این گرمانیا فاشیستی مبارزه بود بعد شکست خورد یعنی که ما در 30 سال ما یگان کار کردن نتونستیم برای چی برای سبباش بود یا تیم دیگه انا برای همین در دوام 7 سال آلمانی ها بعد جنگ دوم جهانی تونستن که کشور بسازن که اگر که با جنگ هم پیروز نشدن اما امروز اقتصاد در کجایی که خیلی هم 4 دولتی بایترین دنیایی که سوم زیاد دارن یکتاش هم گرمانیه بله درست است 100% درست است ما گرمانیا نمیریم ما در آسیا مرکزی ما میونیم با همین قرار میستیم بله ازبکستان ببینید که چقدر تمام مال و اشیای فصل سالهای اخیر ببینید که تمام مال‌های اشیایی که می‌بینید در بازار همش از ازبکستان برای چی ما میرن نمیتونیم ای برادرها
برای چی بودجه دولت ما 3 میلیارد دلار که ایرا کسی را بگو میخنده. ای برادران من ایزا میکشم 6 سال شد استودنتم انجینر انرژتیک خونده استم باور کنین میگه تاجیکستان چی داره میگم ایزا میکرد پرزنتاسیون میگه بخوام با خدا ایزا میکش من نمیدونم چی بگم. یا آلومینی زاوده که از ببینید در اینترنت هیچ نمونده است نه بگیم هم نداریم ای با شهر باور کنین خیلی. یعنی شما همچون یک دانشجو فکر میکنین که مردم ما برای انقلاب آماده نیستن، اما با فکر شما چیکار باید کرد که مردم آماده ساخت؟ خیلی استراتژی یکم زنده ساختن مردم. ستیچکا گفتی نه ستیچکا رفته شده است. ستیچکا گفتی سپیچکا گفتی چیزی گفتی که یعنی بله یک علاوه در کار بود که خیلی رفته است. چیکار کردن نکار با فکر خودت همچون یک دانشجو که شاید در یک هفته حداقل یک 5-10 صفحه کتاب بخونی؟ بله برادر، یعنی که صفحه کتاب من میخونم به نهایت این موضوع ما دور هستم و من در یوتیوب در دیگر صفحه ها به نهایت سیاست رو نقض میبینم و دنبالگیری میکنم. فعال هم هستم، اما من همین رو گفتنی هم که استراتژی اول اگر که باشد که یعنی که مردم پرایم فرمیر و چی میشه با توجیه یعنی سخنی شما بیشتر فهماندهی کردن بله فهماندهی کردن مردم، یعنی که اوخی نمیدونم اینجا یک دانشجو نمیتونه که استراتژی کلونی بکشه. یعنی با فکری من باید که در امو سپیش که ای پامیر ما سر میکردیم به نهایت خوب میشد. یعنی که من میگفتم دیروز برادر گفت که ما باید که یعنی برای اوخی اکاجو من نمیتونم در 2 کلمه همه ای را بگو مردم اینا گوش داره ماشاءالله مردم گوش داره. ما نفرای دانشجو و عالی ما منبر میتیم. این منبر شما های. بله میدونم ما اگر در همینجا نفر جنگ بدوزیم تماشابین ما هزارها زیاد میشه، اما مقصد ما هم کمک به برادرای تاجیکستانی من هست و هم نیز برای نفرای باسوادی که واقعا اینها میتونن آینده کشور بسازن منبر دادن. شما امروز منبر دارین، صحبت کنین دوستی عزیز. صحبت شما رو خوش رفته است، همچنین یک دانشجو بیاموزین صحبت کردن و من نگاه دارم که در وقت صحبت شما بیشتر و بیشتر میتونین هم با زبان تاجیکی درست‌تر صحبت کنین و هم فکر خود بگوین. یعنی شما یک دانشجو، آیا با فکر شما همین نسل حاضره ما باید توقع و انتظارات از کی داشته باشد؟ از شما دانشجوها، از اون عالمایی که میگریزن فقط 4 مقاله مینویسن، فقط مقاله های تنقیدی بر ضد همون مبارزه‌ای که مبارزه میبرن، از اون عالمو میخوای باشین یا اینکه انتظار از اونها داشته باشین یا انتظار از اون نسل نوی که مثل شما میدونین و میبینین بدون عینک میبینین اون طرف حکومت که با حکومت هیچ کار کردن نمیشه، پیشرفت کردن نمیشه؟ بله ما تکیه من اصلا به نهایت استاد عزیز محیدین کبیر را به نهایت و سخنگویشان شما برادر کلانی ما به نهایت نقض میبینم و به نهایت دوستم میداریم با تا یک درجه و دنبالگیری ما باید که از همین برادرای ما در تاجیکستان من ندیدم یکون برادر بسوادی که همه چاپلوس خب من نمیشناسم هم ولی برادرای مخالف ما همش هم میدونیم، همش هم میشناسیم. تاجیکستان هم میدونیم بعضا همون چاپلوسکا لیکن تاجیکستان پریمیر گرفتن یگان تاجیکی که در درون تاجیکستان است برای من 6 سالی که من خودم رو شناختم من ندیدم در درون تاجیکستان. میبخشید رئیس حزب سوسیال دموکرات و برادر به نهایت برادر بسواد بود. اینا ببینید که هم مردک چیکارش کردن. یعنی همه کور میدونه که همون یک حزب لنگی که میبخشید برای حزب لنگی که بود در تاجیکستان ایما هم ترسیدن گرفتن چیکارش کردن و او آدم به نهایت آدم بسواد بود و سوال یادم برآمد راستی که سوالی به دوستی عزیز که مردم
از کی توقع یعنی انتظارات داشته باشند؟ بغیر از کی؟ از دانشجوهایی که امروز درس میخونن، از عالم هایی که امروز تمام دنیا رفتن و در همه جا کار میکنن، همین نوع تاجیکستان را بگیری بعضی مبارزه این برن با او مردم انتظار ایکی داشته باشن. امروز شما نسل جوان میگن که شما خونده ایستادین، این چیزایی که شما میخونن اصلا ربط به این برنامه ما نداره. مثال و همین دانشجویی که امروز شما هستین، باز هم شما یک نسل جوانی که زنده هستین میخواهین که در کشور دگرگونی بیاید، بگین که مردم ما به انقلاب تیار نیستن. چیکار کنیم که مردم به انقلاب تیار شوند؟ چرا مردم بدخشان به انقلاب تیار هستند، مردم دیگر منطقه نه؟ یعنی منتالیتی ما اینجا بیاین درستی گپ بگین که منتالیتی برادرای بدخشی بینهایت، من دو مرتبه در بدخشان بودم، بینهایت اونا منتالیتی دیگر دارن، اونا چاپلوسی را نقض نمیبینن، اونا آزادی خواه هستن مثل مردم قرقیز و متاسفانه این خیلی آزادی خواهی در مردم کلاب ما نیست. در مردم دیگر منطقه ختلان چرا نیست؟ چرا ما بین مشکل جویاشیم که چرا همون آزادی خواهی و همون منتالیتی که شما گفتین در مردم بدخشان پیدا کرده میشه، در منطقه کلاب نه؟ به نهایت سوالی تا یک اندازه مشکل هم هست که ما سببایی برای چی ما اینقدر ترسو شدگیم، برای چی ما اینقدر خاموش دیگه و دیگه. من راستی گپ سبب اساسیش رو نمیدونم، در همان ترسو بودن ما نمیدونیم برای چی ما ترسویم. ولی چشم مردم خیلی که این حکومت تونسته است پوشونده است که من این دیگه زیاد گفتن نمیتونم. برادرایی که میبرن من تا 2018 اکمت همچون یک تا 2000 نمیدونم چندی قبلا نمیگم تا یک 10,000 یعنی 14-15 ما یک بچه های 18 ساله چی میدونستیم؟ این بیا سر کنیم که یک بچه 18 ساله در توریستان چی میدونه؟ بدونه که یک جنگ بود سالی 90 یک کسای آمدن خیلی کیچ جنگ بود، ولی یک مردی آمد به نهایت بسود دیگه و دیگه آمد همون جنگ وای کرده، گریزا را آورد تمام یک آدم شید که او دیگه تمام ما مویدین کبیری میگفتن همون سراغ باید ماست همه خوین. بعد اومدیم در مسکو دیدیم که الټرناتیو اینفورماسیون را شنیدیم ای کی جنگ کرده است. من میبخشید نداونم فهمیدم که این دولت مصالحه ملی وجود داشته است که این مرد حزب نهضت یگان گناه نداشته است در جنگ. این مردم اصلا مردم کلابی ما بوده است که سلاح گرفته است بعدش هم بره رفتن. این چیزا را ما نفهمیدیم. که من به نهایت میخواستم که برادرایی که مخالفین همه چیزی که در 18 سالی که در سر جوانای ما تیله دادن و پر کردن، همه چیز الټرناتیو همه چیز، یعنی که ای طرف مخالفان پیشنهاد کنن که بگن که یعنی این خیلی نبود و این خیلی بود چیزی که بود، یعنی که چیزی که ای سال 91 تا سال همه استقلالیت تا 2000 2015 و 16 که شد، همه میره بخیزن بگن که ما نمیدونیم، برادران نمیدونن. همین یک طرفه اینفورماسیون که در سر ما پر کردن، ما گشتیم ما طرف ما دیگه چیزا نمیدونیم. این چیزا فراموش نکنیم. وقتی شما خودتون میدونین ما نمیدونیم برادرو، بخیزین نمیدونم یک پلیلیست کنین که ای سال نمیدونم 90 بعد 91 بعد 90 چی گپ شد چی خیلی شد. شما زنده هستین، استاد عزیز موحدین کبیری زنده است، دیگر بزرگوارا زنده. بخیزن بکنن که مردم بفهمد چی گپ شد. تا حاضر ما نمیتونیم برادرایی که اصلا ما بفهمونم شما که این پیشوای ملت نیست، این قهرمان نیست، که این هم یه آدم کش بوده است، بعد تیر تانکای ازبک اومده است در اومده است روز. ما چیزا نمیدونستیم، نه چشمونه لشه که
یعنی فهمیدن مردم فکر نمیکنین که همون تاریخ، من همیشه تاریخ هم فرعون و مردم یهودی را نقل میکنم. اگر شما نگاه کنیم تاریخ بسیار تاریخی خوبه، نه خداوند سبب میگردونه که همین فرعون هم قدر ظلمش زیاد مینه که دیگه مجبور میشن، دیگه مجبور میشن که 25 ساعت نه 28 ساعت کار کنن. فهمیدی به معنی گپ میگم؟ یعنی 2 برابر بیشتر زیاد کار کنن. هر روز ظلمش زیادتر میکنه و بعد در این وقت که هست که حضرت موسی میاد و اینها را آزاد میکنه از اون ظلمی که در اوجا میگذره. شما فکر نمیکنین که همین نیکی مردم ما این قدر در عذاب و اذیت است؟ این یک پلانی از طرف خداوند باشه، یک برنامه‌ریزی از طرف خداوند باشه که مردم ما همین عذاب یک بار سخت در جانشون تا احساس کنه که یا بلرزه که دیگه اون کس نمونه که دستاری سرش ببره تا چهارمغز بشکنه. بله این گپ درست است، اما ما 70 سال دسترمون اما شوروی چهارمغزای شکسته که باور کن چنین کلا. خیلی بیاین یک برنامه یک صحبت دیگر برادران در چی هستیم بدرین در استودیو نو زبان نو دهنی ما گرم شده است. این سوالی که در اینجا با برادر ما صحبت کرده هستیم، چرا که مردم بدخشان منتالیتشون از مردم دیگر منطقه تاجیکستان فرق میکنه، چرا که اینها از حق خود طلب میکنن و دیگرها نمیتونن از حق خود طلب بکنن، و آیا واقعا تنها ما یک منطقه داریم که جوانهای ناترس دارد، دیگر جوانهای ما با دیگر جوانهای ما چی شد؟ در این سوال هر یک نفری که جواب دارد شما میتونید داخل بشین. ما صحبت آرام داریم، آزاد داریم، هر کس در اینجا حق گفتار داره و کوشش بکنیم که از علم از فهمیش هم ریالی زیاد دورتر نریم. و باز هم برای شما گفته سودم دوستای عزیز که مردم برادرای پامیر، برادرای بدخشانی را، برادرای دیگه منطقه تاجیکستان تنها نمیگذارن. واقعا اینجا بسیاری مردم در اومده و گفته سودن که شما جسارت شما بیشتر است، منتالیته شما یک منتالیته آزادی خواه است و شما کاری کنین که دیگر مردم هم از این منتالیته شما استفاده برن، اینها را آزادی خواه شوند. و دوستانی که در این بحث ما میخواین اشتراک کنین، داخل بشین، در این بحث اشتراک بکنین. ما یک بحث های میکنیم که واقعا برای آینده کشور و برای هر یک نفر که در اینجا داخل شده. مقصد من اساسا مقصد من دوستای عزیز از هر یک قدم شما کادر ساختن است. آن چیزی که من برای خود آموختم و آن چیزی که من در دوام زندگی برای خود طلب کردم میخواهم که شما را نیز با آن چیزها مشرف بگردانم که شما نیز این چیزها را بیاموزین، این چیزها را بفهمین، سوال و جواب کنین. تنها سوال و جواب هست که فهمی شما را بالا میبرد، تنها گفتار با هم دیگر هست. ما میخوایم اگر کشور بسازیم، ما میخوایم پیشرفت بکنیم، در اون حالت ما میتونیم پیشرفت بکنیم که علم، فهمیش، معرفت، معارف در قدم اول برای خود هدف بگذاریم و اینها تنها با گفتار، با فهمیش همدیگر. شما نگاه کنید مثلا که ما چقدر با این برادر همدیگر فهمی کرده ایستادیم. این من سوال میتونیم برادر بتونه جواب میته، بتونه جواب نمیته و شما نگاه بگین در دوام 10-15 دقیقه که این برادر صحبت داشتن ما بسیاری سوالهایی را کردیم که شاید در صحبت عادی این سوالات به سر انسان نیاین. به همون خاطر همیشه کوشش بکنین که بیاموزین، از آموختن هیچ وقت فرار نکنین. یگانه چیزی که ما و شما را بدبخت ساخته است دوستای عزیز این است که ما بیسوادیم. مردم ما شما نگاه کنید بسیاری دیه‌های است، من بسیاری مردم میشناسم که حتی نام خودش نوشته نمیتونه، یک کاغذ خونده نمیتونه. امروز در تاجیکستان زیاده از 20% مردم اصلا خونده نمیتونن. به همون خاطر ما امروز واقعا نیاز داریم به انسان‌های باسواد. خب دوستای عزیز داخل بشوین، این برنامه شما هست. باز هم تاکید می‌نمایم لایک بگذارید، باز پخش بکنید و اینجا آفیرا هم زیاد هستن اما ما با همین راه خود ما کم کم رفتن میگیریم. امروز روزی هست که ما باید همه یک جا باشیم. هیچ کس همینه که شما غم دارین، همینه که شما درباره مردم بدخشان احساس دارین، ما هم چون احساسات داریم و به همون خاطر نیز نشستیم که با شما صحبت بکنیم. از هم صحبت ها همین طور هستن که باید برنامه را خوب گوش بکنی، بفهمی که چی میگن، در چی باره صحبت میشن. اگر صحبتی و سوالی از شما پیدا میشه در کامنتاری ها بنویسین، نوشتن بیاموزین، در کامنتاری ها بنویسین مثلا فلانی من فلان، سوالی من فلان، بنویسین مثلا همین سوال های خدا. ما میتونیم که
از این سوال ها نیز به آن نفرایی که در استودیو هستند به آنها از این سوال از آنها بپرسیم و آنها نیز در سوال های شما جواب بگویند و همین طور است که ما به همدیگر شانس میدیم که همدیگر هم بآموزیم. خوب دوستی عزیز، شما در اینجا باشین. یک برادر در اینجا آزادی خواه داخل شدن. برادر مهاجر، فرمایید برادر عزیز، شما در نظر شما در اینجا باشین. باز صحبت ما دوام دارد. باز بعضی فکرایی که در سر تو هستن میتونین که بنویسین و باز شما میتونین از من سوال بکنین و همین طریق صحبت دوام میتیم. بگذاریم که دیگه برادرها در اینجا صحبت بکنن. بله. خوب برادر مهاجر فرما. برادر منوچهر گفتین میخواین صحبت کنیم، فرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی خوشحال هستم برادر که قد شما صحبت میکنم امروز. ولی من گفتنی هستم که مردم ما امروز زیرکی سیاسی را باید از دست ندهند. اینا این حکومتدارای امروزه ما از اول ما را ترسوندن. اول کبیری و مقصد 24 را گفتن خائن، تروریست. بعد لیشنا قدم موندی، مقصد لیشنا گپ زدی گفتن تو همراه همونو. این یک شعار دارن в Либовис кто с нами, тот с нами. Ки қатимо нест, значит против мо аст. мо ки аз ҳаққи худ дифоъ кардан, дар ҷоҳози аз ҳаққи худ дифоъ кардан наметонем бародар. вақте мехезем мегӯем мардум халқ таҷовуз шуда истодааст, зулм дорад мардум, мегӯям ту хоини. чӣ хели хоин? барои чӣ мо аз худ дифоъ накунем? майли хуб, мо қатъи на кабирӣ ҳастем, на 24 ҳастем, на 25 ҳастем, мо як муҳоҷир ҳастем, мо як шаҳрванди ҳамин кишвар аст. лоақал мо то ки хаб мекунем, то ки наметонем ки мақсад дарди дили худ, таҷовузи худ гуфта натонем. контролёр, ҳамин контролёре ки барои суми свет ҷамъ мекунад, бародар манучер медонӣ, мебиёд валлоҳ вақт мезанад, қатъи ранги мегӯй ки ягон чӣ хел бигӯ ки худро ҳамчун ҳис мекунӣ ки ту бояд аз як гиреза бошӣ дар тоҷикистон, ранги гиреза омода бошӣ. ҳамчунин суҳбат мекунад. гап занӣ мегӯяд ба худо якта гапи лишни зан мебурад, мегӯяд ту чӣ? ту хоини, ту мақсади хелию хеле. охи хуб мо хоин нестем, мо террорист нестем, мо экстремист нестем. майли худат дуздиди, худат ки хурди, худат ки таҷовуз карди, лоақал ҳамон барои дига мақомотдорои худ, пастари худ бигӯ ки он ка мардуми тоҷика ка зулм накунем ба худо. валлоҳи қасам як рӯз бедор мардум як рӯз як ҳамин хел мехезанд ки дига ӯ намедонам ҳоли шумо чӣ мешавад. ҳар якти шумо зулмкор шудагӣ, ҳамин мақомдоро ягонтаи шумо дасти мақсад берун аз хун надорем, берун аз таҷовуз надорем. ҳамаи шумо таҷовуз кардагин дар ҳаққи миллат. ҳар якте шумо дастатон то огӯши то ҳамин китвотоно ба худо дастотон хунолутай. охи илтимос Россия мебиёем гастробайтер омадагӣ инҷа ягон хел қадру қимат надорем. ай Тоҷикистон як гапи зиёд зада намешавад, як ҳаққи худа дифоъ карда намешавад, мегӯям ту хоини, ту ҳамроҳи Муҳиддин Кабирӣ, ту ҳамроҳи 24. лоақал намешиносад мардум ин гапа. ҳамин мардум илтимос ай шумо аз ҳаққи худ дифоъ кардана ёд гиред, аз ҳаққи худ. ҳамин вақти шуморо як дастдарозӣ мекунанд ба сӯи шумо, илтимос ҳамин гапа лоақал ҳамина рӯшнод гуфтана ёд гиред, то ки мо шумо ҷим хаб мегардем. то кай ман намефаҳмам ба худо. заминатонро мебиён мекашанд, мегиранд, ба худо ким чӣ корое мекунанд, шумо ҷим мегардем. ха ҳозир ку ҳамин Тоҷикистон ҳамин хел кардагианд ки бародари худа намешиносад. як мақсад ноадолатиро мебинад дар болои бародари худ, мегӯяд майли ӯ хонаш ҷудо, гурӯш ҷудо, гурхонаш ҷудо, мо ҳамин хидмотинҷем, тамом мо хидмотинҷем. не ки охир дар сари тан таҷовуз мекунанд, бо ҷим мегарди ба худо. ин имрӯза ҳукумат якта фарзанди миллата накуштааст, ҳазорҳо фарзанди миллата кушт, беҳтарини моро кушт, беҳтарини моро зиндон кард. иззат ҳамон куҷо хоин буд? иззат ҳамон чӣ? ҳамин қа ёрдаме ки иззат ҳамон кард. муҳоҷиро ба худо мо бисёр дард мекунад. бовар кун акай манучер
این خلق ما چی کار شده که در خلق ما من نمیفهمم. اینا ماش بید یگان خیلی گیبنوز کرده این امروزه کشوری ما مردم خدایا هیچ نمیفهمم بر خدا. برادر در سوال جواب میتم. راستی من از همین روز اعتبارا احساس کرده ایستادم که همینی که برادرها بر آمدن در دوشنبه و تظاهرات کردن میخواستن میتینگ بکنن، این قدم اول به سوی انقلاب است. اینجا ما باید یک چیز خوب بفهمیم که ما با آن مردمی بعض شیطانک ها در مابین مخالفین هم در مابین مردم هم از طرف حکومت گذاشته شدن که مردم کاری بکنن که مردم دیگه به خود باوری نداشته باشن، از همدیگر به همدیگر باور نکنن. و این چیز یک برنامه‌ریزی از طرف حکومت است که هم مخالفه و هم غیر مخالفه، هم نفرایی که در اینجا هستن کوشش بکنه که دلسرد چون کنه. این دلسردی هست که ما و شما را نمیگذاره که پیش بریم. از ما و شما امید میگیرن، تنها امید میگیرن که هم باید تاجیکستان بکوچین، تمام در تاجیکستان دیگه اگه خوبی نمیشه. اما ما بگیم که نه ما میخوایم تاجیکستان آباد کنیم، اینها میگن اینا خائنن. وقتی که خود از اونها سوال میکنیم که شما تاجیکستان آباد کنیم، میگن که ما کرده ایستادیم. اما از ملت سوال میکنیم، میگن که اینا هیچ کار نکرده ایستادن. به همون خاطر این سوال خود دوستی یک سوال هست که هر یک نفر باید از خودش بپرسه. امروز وقتی که ما مثلا بعض احساساتی میشیم، در بسیاری موارد ما احساساتی میشیم. به خاطر چی احساساتی میشیم؟ به خاطر که ما از اون احساسهای خود باید استفاده بریم، از این احساسات خود استفاده بریم برای پیشرفت هم خود هم کشور خود. اگر که ما به این خاطر فقط به خاطر 4 گپ گفتن احساساتی شیم، این احساساتی ما به هیچ جا ما را نمیبره. بله وقتی که انسان احساس نداره انرژی خوبم مفیدم پیدا نمیکنه. اما همینی که مردم در کوچه ها بر آمدن، همینی که مردم دارن نشان داده ایستادن که دیگر راهش نیست، این برای ما قدم اول هست. انقلاب این یک چیزی هست دوستی عزیز که مردم باید پخته شوند. من باز هم برای همه دوستانی که در اینجا نشستن تکرار میکنم که ما در دوام 7 سال اخیر توانستن مخالفین که تمام میدیا را در تای دست خود بگیرن. این کاری کم نیست دوستای عزیز. این کاری کم نیست وقتی که یک مخالف 10,000 آدم تماشا میکنه. این کاری کم نیست وقتی که یک نوار مخالف 1 میلیون نفر تماشا میکنه. من میگم که سال 2014 وقتی که ما در زیلا گپ میزدیم، مردم 100-200 نفر زیاد میشید، خوشحال میشیدیم. امروز ما الحمدلله به جای رسیدیم که آزادی خواهای ما بیشتر شده ایستادن، جوانهای ما امروز رو به آزادی خواهی آورده ایستادن. مقصد ما سیاسی کردن جوان هاست که جوان ها خود حقیقت را طلب بکنن. ما کم کم داریم به اون هدف های خود میرسیم. اون هدف ها نیست وابستگی از ما و شما دارن. اگر که ما و شما واقعا با راه علم، نه با این راه شعار پرتایی، با راه علم و فهمیش پیش بریم، این خانواده رحمان ما از بین میبریم. اینها عالم نیست، اینها باسواد نیستن، اینها پروفسور نیستن، اینها تنها نفران غاصبی هستند که بجز حرف زور دیگر حرف نمیفهمند. اگر ما میخوایم کشور بسازیم باید از راه علم استفاده بریم، مردم به راهی ببریم که در آینده کاری کرده بتونن که یک جاهل دیگه مثل رحمانوف نیاید مردم از راه بزنه و باز هم این عذاب اذیتی که مثلا هر یک مخالف، هر یک مبارز دوستی عزیز عذاب میکشه، اذیت میکشه، همیشه تهدید، همیشه مثلا با مادر خودت نمیتونی گپ زنی، با فرزند پدرت صحبت نمیکنی. من اشخاصی هست که با اونها 15 سال شده حرف نزدم. از زمانی که از همون خوردیه که مثلا من به مبارزه اومدم بر ضد این رژیم، یعنی که از 16 سالگی مبارزه را شروع کردم بر ضد این رژیم، حق گویی را در مابین برادرها، بعد این خطی رفت تبدیل شد به یک مبارزه بزرگتر. از همون وقتی که من در راز جستجو میکرد گذاشتن که مرا در پایگرد قرار دادن که مرا جستجو میکنن، از همون وقت دیگه اکثر دوست رفیق من نشنیدم. دوست رفیق ما هم سنگرهای ما، شما هم عقیده های ما هستین، شما جوانایی هستین که در اینجا نگاه دارین، گوش دارین، تماشا میکنین، کمک میکنین. تشکر نیز به این مدیریتورهایی که در اینجا
کمک میکنن، خدمت میکنن. یعنی ما باید این گپا رو برای چی فیلسوفی گفتم؟ به خاطری که ما بفهمیم که هیچ کار همین تا یک بار نمیشوه. آهسته آهسته ما به همون هدف خود میرسیم. رحمانوف هم میدونه که ما به هدف خود رسیده ایستادیم و این همان رسیدن به هدف است که دیگه نمیدونن چیکار کنن، در همون جامعه هاشون کایک درو ماگیای. خب بفرما دوستی عزیز، باز هم صحبت مون دوام بدیم. برادر جان، من یک گفتنی دارم که این اولین که مردم با شما با مخالفین شده ایستاده است، این حکومت امروزه تاجیکستان مجبور دارد مردم دیگر مجبور راهی ندارند، مجبور هستند که باید همراهی مخالفان شوند، برای اینکه تجاوز بسیار شده ایستاده است. دو با یک پیشنهاد دیگه دارم که برادر منوچهر، یک تا گروپای وایبری کشوین یا واتساپی مردم جمع شوند. همین مردم مهاجر، مردم تاجیکستان امروز همه یوتیوب در آمدن نمیتواند، همه فیسبوک در آمدن نمیتواند در تاجیکستان، نه که وایبر واتساپ با همه هسته. یک تا التماس یا وایبر گروپ کشوی یا واتساپ گروپ کشوی، مایل خود بوزوی همون دولت میدارد که میدارد، مایل در آمدن گرد. بعد اونجا میبینیم که خیلی مثلا هر یک انسان درد خودش باید آشکار امروز گپ زند. ما در روسیه روشن و جمشید شدیم، در تاجیکستان خوین میگن، نمیدونم دیگه کجا بریم، نمیدونم به خدا خود دیگه چیکار کنیم. یگان پیشنهادی مقصد هیچ یگان پیشنهاد نداد، یک مردم مقصد یک راهنمایی نمیکنن که مردم شما من همین راه قطعی برین، در کجا میریم ما تجاوز میشیم، حق ما پایمال میشه، حقوق ما پایمال میشه. آخه ما هم انسان هستیم، ما هم حق زندگی کردن داریم. ما تاجیک هستیم الحمدلله مسلمان، آخه ما هم یک شهروند تاجیکستان هستیم. آخه ظلم به خدا این کار خوب نیست. نو التماس یک تامین گروپ کشوین دیگه در پناه الله باشیم. برادر وقت شما هم زیاد نگیرید. تشکر دوستی عزیز، در امان الله باشیم. برادر تاجیک بفرمایید. سلام علیکم برادر جان. و علیکم السلام. سلام خدمت و تمام کلی مردم تاجیکستان میرسانم. همدردی خدمت به مادرایی که فرزندانشون شهید شدن در ایران، همدردی خدمت پیشنهاد میکنم. ما چی گفتنیم که اگر که ما این روز دفاع نکردیم، نخستیم، در روز قیامت با یک قطره که برادر خونش ریخت، این برادری که دفاع میکنه با هر یک قطرهش ما جواب بگیم. چی با که مردم پامیر یا مردم خودمون، نه یک سوال، چی با که مردم پامیر، نه مردم پامیر جدای فروخ چی جدای خستن، ای پشتی برادرای تاجیک خستن و وروخ آمدن دفاع ای مردم تاجیک کردن. چی با که ما امروز مردم تاجیک نمیخیزیم، دفاع نمیکنیم برای مردم بدخشان؟ چی با نمیکنیم؟ او هم تاجیک نیستن، او هم برادر ما نیستن، مادراشون مادرای ما نیست. همین سوال هم ما در داخل داره که چی با در مشکلی که امیر در پامیر بود، در وروخ هم بود، چی با که مردم پامیر ویدیو ابرشی نکن خیستن اون لوی گفتی چی تاجیکستان با این لوی تاجیکستان اومدن شیر بچه های پامیر. چی با که ما امروز غیرتی نمیکنیم، ویدیو ابرشی نکنیم، بخیزیم ای پشتی مردم پامیر بخیزیم گپ زنیم، دفاع کنیم. این با هم در روز قیامت ما با یک قطره خونی که این مسلمان که ریخت، همه ای در ما سوال جواب میتیم. میخیزین از پیچکا میگین، چی میگین از نمیو اوشه با ما درس شیده بیدوری ما را چی کردن کوی نمو که جا داریم ما بخیزین کو بخیزین خاص شیر بچه های پامیر خیستن رفتن دفاع کنن مردم وروخ. کو وروخی کو هم کجا داریم مردم وروخ، کو کسته مردم وروخ، همین مردم پامیر نبود که پشتی مومن دفاع کردن. در این شبکه اینترنتی بر اومدن ویدیو ابرشی نکنن که نمو مردم پامیر تیار هستیم، نمو مردم پامیر، نمو برای جان مونه برای خاطر تاجیکستان و خاطر مسلمان تاجیکستان میتیم. کو یا وروخی کو خیلی دیگه بخدا قسم به هر یک قطره که در نمو بدخشان
در یک قطره که خونی که همین بدن همین برادرها گریخت و در امو خونه ما در روز قیامت پیشگاه خدا جواب میتیم. یا برادر ما مادر یا مادر ما که وقتی که مصیبتی که بعد بالای سر این مادری که فرزند شهید چی ما خب کردیم فردا در بالای سر ما میای مصیبت. وقتی که ما خب کردیم مصیبت در بالای سر ما در بالای سر مادرای ما میاد در بالای سر پدرای ما. این همین مصیبت میاد که امروز دو مادر بدخشانی میخیزن گپ میزنن با مردم بدخشان گپ میزنن دفاع میکنن ما خب میکنیم ما خاموشیم. انقلاب کی میشه اینا ما ای مرگ میترسیم. او برادرها ای مرگ نمیترسیدن که امروز به خاطر خواهر خودش به خاطر خواهر که ایرا دنیا میدونه که به خاطر خواهر خودش زن مسلمان به خاطر خواهر خودش برادر خیست جانش در خطر مون. ما هم یک کم ترک از 100% 50% همین ناموس داشته باشیم که اینجا وقت خیلی دوباره سر ما خیلی ظلم نمیاد. اینجا وقت غیرت نمیکنه که او کارگر حکومت های پروکرور چیه 50% ناموس داشته باشیم. یکم کارمند دولت خیلی ظلم کنه نمیتونه با بالای ما. کونا مسیما اینا میگن کونا مسیما اینا برادرها ویدیو ابرشی کردن از پامیر که پامیر چقدر دور است. ویدیو ابرشی نکن خستن سرجمونه نگفتن که ما پامیریم میلچگی محلچگی نکردن نگفتن که ما پامیریم اما ورخ دبان چی گب باشه نباشه خیلی و توجیکن و خیلی نگفتن چوکان نکنه نمی از خود پرسم با چی کار از امی خود چی کار کنه کار هیچ خیلی هم خیلی ما گفت داریم هم خیلی سخن داریم که همین اتفاق شیم خیلی ما هم دباری برادرهای پامیرم استوده شویم مقصد که دباری هم درد دیلی وارم بفهمیم. تشکر دوستی عزیز ماشاءالله. دباری برادرها که دباری مادرامون رو کنیم مادرامون بیدار کنیم پدرامون بیدار کنیم که دبر این مردمی که امروز این مشکلاتی بس بالای سرشون اومده دبر یه ما راست بستیم. برادرهای پامیر برمیستن که اگر که این ما امروز که نخستیم این مصیبت در بالای پامیره فردا میاد یا از گلام ده میاد فردا میاد پگش میاد ونج ده روزگش میاد کلوب ده هم خیلی میروه دیگه هم خیلی نست میکشمون نست نبودمون میکنه برای که ما گب زنیم بعد پدر مادرمون میاد که خبقت گب نزن این همون خب کردیم چکو کردیم اینه باقی جو رسیدیم کشته استمون روشد کشته استم روی روشد کشته استم خب کنیم مادرای عزیز بگین خب کنیم نکنه پدرای عزیز برادرای که میبرین میگن که گب نزنین خب کنین اینا اول مونه دیدین خب کنین نکنه خب کردن بگیرین اولی خب کردن بگیریم ای وطن بی وطن ونگ سیگانا وریم شیم دادرین کالیدوسو بیم خوب کنیم خطی زنن گودکمون دادرین لطوکو غلام شیم اولی خب کنیم گب نزنین مادرای عزیز بگین فرزندان در دلشون ترس خداوند مجای درس خداوند را جو کنین ترس یک حکومتی را جو کشتین اولی خب کنین برادر نالچار بفرمایین. هلو باشین اینجا برادر نالچار بفرمایین. بدخشان نالچار بفرمایین گپ زنین. و فکر مشکل از داخل تاجیکستان داخلش دایستم فکر میکنم مشکل سیریاز دارن گپ زن دوستی عزیز. آخه برادر عزیز من چه برادر چی گپ زنیم دیگه بای گپ زنیم من دیگه میشه
خیلی گپ نزنی، چه خیلی دیگه مردم بیدار نه میکنن. اکا وقتی برادر جون وقتی گپ زنی نیست دیگه. وقتی که خسته در باری برادرای بدخشانی، در باری برادرای زن مرد بدخشانی راست ایستادن در کره، در باری او ایستادن در کره. همین برادر راست میگه دیگه. وقتی گپ زنی نیست، یعنی دیگه وقتی گپ زنی نیست دوستای عزیز. بله من مثلا نه ما برادر من چه دکاینا ما سوال شما دمیتم. وقتی مشکلی با بوله وروخ آمد، برادرای بدخشان گفتن که اولی خب کنین اولی. امی خداوند خدمانه چشم داده. بعد چشمون دیدیم که امی برادرای پامیر، مردم پامیر ویدیو ابرشین کن که نما برای وروخ جان مونمیتیم، برای وروخ، برای زمین، برای مردم مسلمان وروخ ما جان مونمیتیم. خستن این همی سوال اینا برادر جان. خستن ایو لبی تاجیکستان، بای لبی تاجیکستان اومدن در باری برادرای وروخی، در باری مادرای وروخ، پدرای وروخ، در باری او ایستادن. انا چی با که همین سواله که چی با ما نمیرین در باری برادرای پامیر بیستیم، در باری مادرای احساس میکنم دوستی عزیز که من درباره برادرای بدخشانی این شسته هستم. مثال اگر سوال از خودم شخصی سوال بکنی، من مثلا فکر میکنم که از اوی که برای من مثال برای اشخاصی که مثلا افیر دارن صحبت میکنن، مردم بیدار میکنن، ما در همین جایی که حاضر شیشتیم همین جا برای ما، یعنی ما هم کار ما کرده ایستادیم، ما همین قچ زایدست میآید. به خاطری که مثلا حاضر 4 تا برادرایی که گپ میزنن در افیر هستن، ایوا اگر بروان تاجیکستان بروان گپ بزنن، ایوا اول قبیده زندان میکنن دیگه، هیچ نفر نمیمونه که گپ بزنه. حکومت هم کوشش میکنه اکثر وقتی مردم بکوونه که بپرسین که شو گپ میزنن نمیآیند. این با اون معنا است دوستای عزیز که اونا میخوان که از احساسات ما استفاده برن و دیگه آدم نشود که پیدا نشه که گپ بزنه، برنامه سازی کنه، برنامه ریزی کنه. امروز همین افیرایی که تشکیل میشن دوستای عزیز، مثلا این افیر که تشکیل شده است در سطح تلویزیونی تشکیل شده است. مثلا این کابلی که من در اینجا زدگی هستم، همین کارهایی که من در همین استودیو کردگی هستم، از اون طرف کامera پروفسیونالی من گرفته است. اینا هم چیزاشون همون پیشرفتی است که ما امروز همین کار کرده میتونیم برای شما. یعنی ما امروز نشستیم و برادرها رو دعوت میکنیم که برادرای عزیز در باری برادراتون بشینین، ای تاجیکستان باشین، ای روسیه باشین. خیلی که برادرها گفتن پل روی نکنین که همین حکومت پیشرفت نکنه، همین حکومت پل روی میکنه، اپل تو میگیرن، زندگی تو میگیرن. امروز تمام مشکلات در سر شما آوردگیان و ما میخوایم که این گپا رو برای شما برسونیم دوستای عزیز. با خدا که اگر روزش رسید که شما بگین که برادرای عزیز این ما در میدان آزادی این نشستگیم، انتظار شما رو داریم، همین 5-10 هزار آدم همین طور اومدگی دیگه، ما انشالله با همونجوری میکروفون در دست با انشالله با شما هستیم. این خیلی نیست که ما باور کنین دوستای عزیز، اولین وقتی که انسان مبارز میشه با ضد حکومت گپ میزنه، اولی کارش این است که تمام خانوادت بر ضدت میشه، پدرت عاقد میکنه، مادرت قطعیت گپ نمیزنه، جرأت هم صنفت. این من زیاده ایت 35-40 همسینف دارم، یگانتش با من گپ نمیزنن. یک نفرایی بودن که ما با یک جایی نان نمک میخوردیم. یعنی ما از همین مشکلات پس سر کردیم، از همه گذشتیم که بیاییم برای شما باشیم. یعنی برای شما میدونم که در اینجا نفرای قدردان تو زیاده، نفرای میفهمیده که زیاده. بعضی وقتی که مردم دعوت میکنی میگن که خودت چرا نمیفروی؟ برادر من خودم رساله خدمت دارم، من خودم وظیفه خدمت انجام دادم. شما دوستای عزیز، هر یک ملت خیلی از بین میره وقتی که نفری نمیاد که برای اون ملت گپ بزنه. امروز واقعا ما باید برای مردم بدخشان امروز ما ببینیم که ناحق اومده 3 نفر امروز کشتن مردم. به خدا عید دیگه کار زیاد میشه و آدم کشی در روز روشن دیگه. ای جنگ چه فرق داره؟ ای سال 90 چه فرق داره که مردک همون سال 90 رو همین خیل بود میومدن مردک در خونش میکشتنش، همین سال 90 درم همین خیلی بلای سال 90 چه فرق داره؟ چرا انتظار این که بیست این که خب کنین جنگ نمیشه و ای جنگ دیگه اون فرقیت نداره، جنگ همیه یوخی. خب فرمایید. بله راست میگه برادر دکتر، راست میگه که اوزی برادر از من میبرم
از جون خودم میگذارم با درباره برادرایی که بدخشانم ای گپ میزنم. برادرایی که در بر ما هستن مادر ما حتی زنگ میزنه که بچه‌ام تو نبرو. من گفتم مادر جون عزیز خب دیگه ما برای خداوندم برای اسلامم برای ملتم ای جونم میگذارم. برادرایی که قطعی از من گپ نیستن که مرا حتی فروختن با حکومتی‌ها که نمی درباره ما همین خیلی میبرد در افیرا گپ میزنه. حتی ما والای مرا فروختن. نه مردم خودمون خیلی میفروشه. نه فروختن دیگره با نمی رفته استیم. بله اون نفرایی که بز هستن یعنی بزتبار هستن از نسل بز هستن اونا همیشه ایره فهمیده بدونن که انشاءالله ما در کشور آینده ما کشور برای شما خواهیم ساخت. دوستای عزیز، تماشاگران عزیز و همه تاجیکستانیان که در اونجا خالی از بز باشه. ما دیگه او بزایی که به اسب مینند با او لزومت نداریم، برای ما در کار نیستن. انشاءالله ما نسل باید بسازیم که خالی از اون بزیچه ها باشن. و بله این جای ننگ است. بسیاری مردم شکایت میکنن که ما یک جا کار میکنیم حتی در روسیه زنگ میزنن امرای برش میفروشن. این شما چی خپدن حالت چیدین؟ بعضی ها واقعا نمیقدر همین کودکس ناموس شو میلنگه که دیگه نمیدونن چی کار بکنن. بعضی ها روشویی میکنن. از دقشلاقو چه خیلی شده دقشلاقو مثلا یکی در دیوها در ناحیه ها یک کس اگر وظیفه نو میویه دب بزرگ میرن با همدیگر مسابقه میکنن. ایش میره کوشش میکنه که پیشترک بزی کنه که در پیش او کارگر شیرین شوه، این دیگریش ایس میره بزی میکنه. ای بای بخدا ای بای. خوب باز خانم بردای عزیز که همین بردارا که خیزن دنباری بیستیم دردی را کمونم بدونیم که این درد بالای سر خمونم میاد، این مشکلی بالای سر خمونم میاد. خیزن اتفاق شیم مقصد رنگی بردای عزت اموری نکنیم. رفتیم در کنسر این رو در رفتیم یا پیروزی یا شهید دو تو خیره تو کی همی حکومت از ظلم دست نکشه بس کنه. همی برادرها را دیگه برادرهای بدخشان و برادرهای تاجیک اکشتن ای ظلم ای عذاب بس کنن. تو بس کردن شونه هم خیلی بخیزیم بریم دیگه. هم برادر جون من چه شما هم افیرتون نکن. همی هر مینوت هر دقیقه هم تست کنین که من با برای مردم هم بگیم که مردم خوب کنی نمونین دیگه. برادر جون شما هم خواهش میکنم تشکر دوست کمک کنین دیگه. سال 2012 وری من خدم سال 2012 خدم در خدمت بدم. خدم میدونستم وضعیت مردم بعد بگناه سال 2012 من مردم بدخشان شهید کردن. من خدم در خدمت بدم همش هم میدونستم. لیکن سال 2012 وری باید نکنیم. امروز خدا را شکر میکنیم که امروز این خیلی چیزا برام آگه اینترنت ها برام آگه کلی هم خیلی پان کنین مردم مونا بدور کنین دیگه. سال 2000 دیگه که سال 90 را میورن 92 دیگه بعد اوزی هستی بیستی آگه. اما ای اوزی که این مشکلاتی در بالای سر تاجیکستان هسته همون 92 خوب بود. همه چی ارزانی بود، سری بود، پری بود. بله برادر یک جای باز همون جمله که ما میگفتیم ظالمان مرگ بنای رنگتان خون شهیدانی ما میچکد از چنگتان. همین را بگین دوستای عزیز که ظالمان نه مرگ بنای رنگتان خون شهیدانی ما خون آزادی خواهانی ما خون زندانیانی ما میچکد از آن چنگال های پر از خون شما. شما فکر نکنین که برای همیشه در اینجا میمونین. شما فکر نکنین که این حکومت شما هست. شما فکر نکنین که این وطن شما هست. شما فکر نکنین که زمین شما هست. این زمین صاحب داره و صاحب این سرزمین ما هستیم. امروز واقعا باید درود گفت به شرف آن انسان‌هایی که به خاطر آزادی به خاطر حق خود آمدن در کوچه ها و در راه ها نشستن و میگویند که ما حق خود طلب میکنیم. این
این راه اول دارد اما آخر نه. راهی مبارزه و راهی آزاد ساختن از ظلم. شما تاریخ انسانیت را نگاه بکنین دوستای عزیز. در تاریخ انسانیت صدها مردم بودن که طی ظلم بودن و آن انسانها و آن مردم پیروز شدند که بر ضد ظلم مبارزه بردند. بله، کلمه حق را آنقدر باید تکرار کرد، آنقدر باید به آن کلمه اخلاص کرد که تمام بدن و جان تو با انقلاب یک جایه باشه. در او حالت است که مردیت در کار میآید. هر جمله یک برادر عزیز بسیار مهربان بود من یک گپ گفت که حالی همین مردم میگن که همین گپ زنی فایده نداره، نکی فایده داره. گفتم چرا؟ گفت همین گپی بدم اگر 1000 بگن که معقولت میشوه، اما ما گپی خوبه گفته ایستادیم. وقتی که شما کلمه انقلاب در دلتان تصدیق کردین، وقتی که شما این جمله ها را تکرار کردین که مرگ به ظالمینی که به ما ظلم میکنن، چرا باید امروز صدها و هزارها نفران در زندان بدون گناه بنشینند؟ چرا امروز باید مردم ما از حق خود دفاع نکند؟ امروز مردم آوردن باید سطح رسوندن که دیگه پدر با پسرش میترسد سلام بکنه. ای باور کن غیرت مردم بدخشان باید برای مردم ما باشه. بعضی ها را به خدا فرزند چون نمیکشن، فرزند برادرشون نمیکشن، باز میگن تشکر به پیشوا که همین مرده فرزند موادات. ای بس ای مردم ناموستون کار بفهمین. ای مردم بدخشان یگان شاه خودم زیادی ندارن. بعضی ها به خاطر یک لقمه نان از برادر از همین نزدیکی خودش دست میکشه که تو بازی رژیم گپ میزنی، من بازی رژیم نیستم. تمام. ای مردم اخلاص به طلب کردن حق خود بسیار کنین. در او حالت است که دشمنان شما از شما میترسند. شما نگاه بکنین که من وقتی که با مردمی که در زمان شوروی زندگی کردن، زندگی خود بردن، وقتی که درباره گپ میزنی که مردم تاجیک در عسکری چخیل صحبت میکردن، چخیل گپ میزنن، چخیل گپشون گوش میکردن و حاضر نگاه بکنین که رحمانوف آورده است مردم ما را به سطح خودش جا کرده گه. علم رحمانوف چخیلی که خودش هست مردم آوردگی همون خیل که امروز کسی که فکر میکنه که رحمانوف برای آینده کشور خوبه خطا میکنه. هر ساعت هر ثانیه باقی ماندن این حکومت برای کشور، برای مردم، برای آینده هر یک کدن ما ضرر آوره. ای مردم اینجا این مردم به خاطر ایری کیف شو نمیبینن اینجا قد شما بگن که این رحمانوف ظالمه، این رحمانوف برای آینده کشور ما بده. اگر این انسان باشه نخود که یک نفر به طرف بگه که خیلی راه ما را ساز نکردین تو بگوی دروغ میگه. رحمانوف تنقید پذیر نیست. حالی بعضی ها از ما مخالفین شکایت میکنین که تنقید میکنیم، تنقید در قتیم و جنگ میکنین، چاپلوس میگین. خیلی که من برای اون قصد چاپلوس نگفتم، اما این قدر تنقیده که مردم ما مخالفین میکنن، مخالفینه که بیچاره به خاطر حق خود در اومد از گپ زده ایستاده است، این قدر تنقیده که مردم ما همین مخالفین میکنن. اگر همین قدر تنقید شما رحمانوف نیم فایدش اگر در روبروی رحمانوف کنه که رحمانوف خودش شمشیر میگیره میکشه تو. به همون خاطر اگر حالی هم بخلاصه ناومدین بخلاصه بیاین که یگانه راهی خوشبختی این ملت از بین بردن رحمانوف ها اون نفرایی که در اوج میشنن شما رو دل سرد میکنن خب که اون نفرا دیگه گوش نکنین. وقتی اون نفرا گذشتگی ای امروز جوانای ما در شهر دوشنبه ورو اومدن گفتن که ما برضد حکومت هستیم، ما برضد شما هستیم. اولین قدم انقلاب گذاشتن. ان شاء الله که همین هر دیکتاتوری که باشه ای 30 سال حکمرانیش زیاد شوه که تمام دیگر راه بجز از بیرون شدن، راه از بجز شکست خوردن دیگر راه نداره. این رحمانوف از بین میره و ما و شما ان شاء الله همدیگر در تاجیکستان میبینیم و باز هم سربلندانه زندگی میکنیم. اما اخلاصتون بیشتر بکنین به اون گپ هایی که میزنین، به اون عقیده که دارین باوری کنین، به خود بگین که رحمانوف از بین میره و تکرارا همین گپا را بگین. تکرارا وقتی که ما این چیزا را گفتیم، وقتی که ما یک چیز با صداقت و اخلاص گفتیم، حتما او کار میشوه. خوب دوستای عزیز گرامی، باز هم در اینجا آزادی به ملت بفرمایید دوستی عزیز. آزادی به ملت فرمایید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سلام خود را بر کل مردم تاجیکستان، 1100 سلام بر مردم بدخشان، 1100 سلام
بر شجاعت کنم بر مردم بدخشان که همدردی ما را قبول کنید. ما عضو شما هستیم، شما عضو ما هست. بنی آدم اعضای یکدیگر است که بر آفرین دو چشم و یک گوهر است. چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو از غم دیگران بیخبری، نشاید تو را نگهدارند آدمی. برادر گرامی، امروز خیلی 3 روز است که خود را خیلی نادرست حس میکنم، یعنی که خیلی هیجان زده هستم. خیلی قلبم درد میکند که در روز روشن یک حکومت غیر قانونی، اینها نه بلکه وظیفه اینا، مسئولیت اینا حمایت کردن بر ملت، خدمت کردن بر ملت. فرقی ندارد اون در اون کشور کدام شخصی که نباشد، چه از ژاپن است، چه از تاجیکستان است، چه از اروپا است، کسی که نباشد زاده اون وطن، اون همون کشور، اون فرقی ندارد. اونها مسئولن برای این مردم بیانو جوان در خانهش به قتل رسانند. این گونه جنایت ها خیلی زیاد است. هر روز، هر سال بر تمام منطقه سرعت میگیرد و دوام داده ایستاده است. اما مردم بدخشان که اینها فخر ما هستند، ظالما بیانو در روز روشن تجاوز کنند خواهرای این مردم، خواهرای این برادرای بدخشانی. صدای من میرود برادر؟ بله بله، گپ زنید دوست عزیز، گپ زنید. نگفتنم برادرایی که بله صدا هست، برادرایی که در آلمان هستین و در اینجا من تماشا داریم هست. بله دوست عزیز، صدای شما میآید. ما بس کم انتظار باشین دوست عزیز، باز چطور میکنم. دوستانی که از اینجا در آلمان هستین و فردا در شهر دورتموند آلمان تظاهرات برگزار میگردد. 28/11/2021 ساعت 13 در شهر دورتموند همدلی و همبستگی با مردم بدخشان و محکوم کردن عملهای ضد انسانی حکومت رحمانوف تظاهرات مردمی برگزار می شود. شرکت در تظاهرات آزاد است. همه هموطنان گرامی می توانند آماده در تظاهرات شرکت کنند و سهم خود را در پیشگیری از ظلم و ستم و پشتیبانی از مردم بدخشان گذارند. وقت یک شنبه 28/11/2021 ساعت 13 به وقت آلمان، مکان شهر دورتموند، سراغ کنیستا فولپلاتس دورتموند. خب خواهش میکنم این چیزا رو به همه دوستا روان بکنین. همون نفرایی که میخواین فردا این تظاهرات پیش ببرین، شماره توارایی کنید. من در اینجا شماره شما را بنویسم که مردمی که میخوان با شما هم صحبت شوند بتونن صحبت بکنن و با شما زنگ بزن. برادری که در اینجا برای من این نامه را روان کردین، خواهش میکنم شماره تلفن خود روان بکنین و ما بتوانیم که با اون برادرایی که شاید راه ندونن کمک فهموندگی کنین که اکثر مردم بیاین. خب مردم آلمان، مردمی که در آلمان هستین، فردا ساعت 13 در دورتموند گرد همایی میشد به خاطر مردم بدخشان. اینجا هر حزب حرکتی که دلخواه میخواهد میتواند که اشتراک کند و باز هم ما از اول برنامه تاکید نمودیم که ما در اینجا باید بحث کنیم این فکرها را که تا ای جای ما او جایم، تا ای حزب ما ای حزبم، حزب چه بازی تو بحث کنین و از اون جمله نفرایی که در آلمان هستین به این میتینگ برین اشتراک کنین. این انشالله برای همه ما خوب خواهد بود. در دورتموند ساعت 13 یعنی روز یکشنبه 28/11/2021 یک تظاهرات تشکیل میشه به خاطر همدردی بیان کردن به مردم بدخشان. خوب در اینجا برادر آزادی به ملت صحبت میکردن. باز هم کوشش کنیم برادرها لایک بگذارین. برادری که در آلمان هستین این افیر به همه دوستا روان بکنین که ما برادران مبارز
شماره برادری که برادر آلمان شما میتونید در چت نگاه بکنین. شماره که نفرانی که تشکیل میکنن تظاهرات ما برای شما روان میکنم. 01 157 3259 3259 4. بله این همین نمره برادر است. این نمره برادر است که تشکیل میکنن همین گرد همایی را. شما میتونین که این شماره را اینجا نوشتم من در کامنت ها در چت. شما میتونین که را پیدا کنین. خب برادر در فیسبوک هم ایچتا میبینین. تظاهرات فردا در دورتموند تشکیل میشود. کوشش کنین که در اونجا با مردم هم با هم دیگر و بر ضد ظلم صحبت می شود و بر ضد ظلم گرد همایی می شود. کوشش کنیم که اشتراک کنیم همه کسا. خوب در اینجا دوستایی که داخل شدن برادر برادر تاجدین فرمایین. تاجدین فرمایین گپ زنین. خب آزادی خواب فرمایین گپ زنین. سلام علیکم. و علیکم السلام. صدا خوب است؟ بله خوب است فرمایید. بار دیگر سلام علیکم و رحمت الله به شما و بینندگان شبکه شما. تشکر. من در اینجا میخواستم همین سوالی که شما در بین گذاشتید برای چی ملت تاجیک اینقدر پست رفته است و اینقدر میترسد صدا بلند کند، میترسد از حق و حقوق خودش سخن گوید. و سوال دیگر این بود که برای چه منطقه پامیر اینقدر جوانان جسور و با غیرت دارند و دیگر منطقه ها ترسو هستند و گپ نمیزنند، سخن از حق و حقوق خودشان سخن بلند نمیکنند، دعوا نمیکنند. اینجا برادر با فکر و نظر شخصی من این است که یک 3 سببی اساسی من اینجا نوشتم. یکم سبب به عقیده من این است که دوره به دوره این پرزیدنت تاجیکستان دوره به دوره مردم به غلامی تیار کرد. چگونه؟ یعنی که از دوره صدیق سر کرده سیستمای چخیل همون کودکا را به غلامی تیار کرد. از دوره صدیق سر کرده، بعد به دوره مکتب میانه، بعد به کالج و به دانشگاه ها و به همه کارخانه ها همین خیل یک سیستمای تیار کرد که غلام تیار کرد. چگونه این دیده می شود؟ من مثال از حیات خودم مثال آورده میتونم که دوره ای که مکتب میانه میخواندم، از همون دوره در اتاق صنفی ما صورت پرزیدنت کشال آویزان بود همونجا و هر روز ما شعر از یاد میکرد. برای ما معلمان شعر میدادن درباره پیشوای ملت و پرزیدنت و اساسگذار و فقط تعریف و توصیف پرزیدنت میکردیم. همین می در اومدیم همون هم میدیدیم. خانه می اومدیم برای وظیفه خانگی ما در میدادن که شعر از یاد کنه درباره پیشوای ملت. همین خیل در دوره کالج و دانشگاه و کجا تا حد رسید که همین سالهای آخر من همین سالی گذشته در مسجدها الکی صورت پیشوا رو در درون داخل مسجدها الکی جو کردن. تا این حد آورده رساندن که به همین سیستم مردم غلام کردن. این یکم سبب دوره به دوره تیار کردن به غلامی به فکر عقیده من. دوم سبب این کشتار لیدرهای ما. مقصد در بین ملت تاجیک یک نفری با سواد و کمی مشهور و آوازه پیدا میکردگی، یک آدم با سواد و عالم و پروفسور باشد، اگر کمی سخن کرد در حال یا زندان شد یا کشته شد
ё ягон мушкилӣ на танҳо ба худаш, ба тамоми аҳлу авлодаш оварданд. ё ин ки касе ки сухан кард дарҳол она куштанд ки дигарҳо чашми дигарҳоро битарсонану дигар мардуми оддӣ сухан баланд накунанд, гап назананд. ин дуюм сабабаш ба фикри ман. сеюм сабаб имкониятҳои мардумиро маҳдуд карданд. яъне чӣ? яъне ки тамоми интернет, суръати пасттарин, то интернет нест, қувваи барқ нест, тамоми маҷаллаву журналу расонаҳои интернетиву шабакаҳои телевизионию радио ҳамаи ҳамин чизҳоро зери тасарруфи худ гирифтанду ҳамина на танҳо ин ки манъ карданд, балки дар онҷа пропагандаи худашона ҷорӣ карданд. чӣ кор карданд? дар онҷа ҳама ҳамон рӯзноманигорову ҳама ҳамон барномаҳое мегузоранд ки фақат рақсу бозию чашми мардума аз сиёсат дур мекунад. мардум бояд аз сиёсат тамоман ҳақ надорад ки гап занад, сухан гӯяд. то ҳад мардума бесавод карданд ки тамоми касоне ки каме илм доштанд, каме ягон мутахассиси хуб буданд, аксарияташ ватана тарк карда баромада рафтанд. аз ҷумла худи ман ҳам баромада рафтагиам бо аҳлу оила, бо фарзандон. ин сабаби сеюмаш. хоб акнун мегузарем ба саволи дуюматон ки барои чӣ, аз чӣ сабаб мардуми минтақаи Бадахшон ҷасур аст, нотарс аст. ин аст, лекин дигар минтақаҳо метарсад сухан кунад, метарсанд аз ҳаққи худашон овоз баланд кунанд. инам фикри шахсии ман, ҳамчун як ҷавон, ҳамчун як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, фикри шахсии ман ки ман фикр мекунам дар инҷа ҳамон бадбинии минтақавие ки гуфтем ту помирию, ту ғармию, ту кӯлобию, ту бадахшонию, ту суғдиву ҳамин вае ки баъди ҳамин пропагандаи Раҳмонов, ин пропагандаро ҳамин президенти ҳозира аз ҳамон аввали рӯзи ба қудрат омадан аллакай ин пропагандаро ҷорӣ кардааст. вақте ки ҳамин роҳа, ҳамине ки байни мардум тафриқа андохтанду ҷудоӣ андохтанд, ҳамин ба худи ҳамон президент ҳам каме зарар расонд. чӣ гуна? яъне ки мардуми Помир аз мақсад минтақаи Помир ҳастанду президент аз минтақаи Хатлон. аз ҳамон рӯзи аввал мардуми Помир президента бад медид, чунки президент аз вилояти Хатлон буд. то ҳозир бад мебинад ва ҳамаи ҳамин системаҳое ки дар мо ҳаст, дар мактаб ҳама ҷо сурати расми. чаро ки фикр мекунед ки мардуми Бадахшон кай президент дошта Тоҷикистон ки и президент ё ӯ президента бад бибина? яъне хуҷандиҳо масалан қариб 70 сол, қариб 60 сол президентӣ карданд. мардуми Помир, мардуми Бадахшон кай президент дошт? аслан имо президент надоштанд ки бигӯянд ки мо як президент мехоҳем. не, ино Раҳмонова бад медиданд ба хотири калагавсиш, ба хотире ки Раҳмонов як инсони бад аст, не ин ки аз дигар минтақа аст. не, мардуми Помир аз Хатлонам мардуми Помир зиндагӣ мекунанд, дар Хатлонам. ин мақсад бадбинии онҳо ба хотири ин набуд ки аз Хатлон аст. ин аслан фикр мекунам чизи хато аст. он ба хотири ӯ буд ки чаро бадбинӣ ба хотири хуҷандиҳо накарданд, чаро бадбинӣ барои дигарош накарданд. агар мо нигаҳ бикунем, аксари мардуми басавод мегӯяд дар вақти шаҳад, дар вақти шӯравиам зиёд шаид мардуми Бадахшон зиёд буданд, мардуми босавод, бо фарҳанг. чаро ки Раҳмонов ба зиддаш бизанад, дигар раис ҷумҳурро не. ман ба фикри шумо норозӣ ҳастам, чунки ман гузоштам ки шумо суҳбат бикунед, аммо ман ба фикри шумо норозӣ ҳастам. ман фикр мекунам норозӣ ҳастам ба хотири ӯ ки Раҳмонов худхоҳ аст. аз Раҳмонов норозӣ ҳастам ба хотире ки Раҳмонов худхоҳ аст. вале ман қабул надорам фикри шуморо. не, ин фикри шумо метавонад ки бошад, яъне шумо ин ақидаи шумо аст. шояд ки агар ки гапи ман кӯмак кунад, шумо ин чиза мефаҳмед, агар ки не, хуб
باز هم کار خودم میتونین دوام بدین. اما من فکر میکنم بدبینی مردم پامیر به رحمانوف این است که او از ختلان است، نه، به خاطر او است که او خودخواه است، رحمانوف خودخواه است. خب منم به فکر شما روزی، من از اول گفتم که این فکر شخصی من است و در اینجا من خطا بودن فکری منم جای داشته میتواند، برای همین ممکن است که فکری من غلط باشد. این از همین سبب این یکی از پونکت سبب‌های عقیده من بود. با دیگر پونکت‌های دیگر دارد. پونکت دیگرش این که به فکر با من که پامیر در یک گوشه جایگیر است که از مرکز دور است. این دوم سبب من فکری من که از مرکز که دور هست، در اونجا بسیاری خبرها، بسیاری چی کارها در اون بین کوه‌ها میگذرد. اینها نمیتونن در اونجا ظلم کنن و ویها هم از ظلم اینها بسیار حالتها در مثال امین بودن. وقتی که مردم این طرف در عذاب بود، در وی بود جنگ بسیارتر، در جنگ هم مردم ختلان بسیار کشته شد و بعد حاضر من میبینم مثال در هر یک عائله همون پدر و مادرها فرزنداشون تعلیم میتیان که میگویند که بچم سخن نکن، تماما یگان جدا درباره سیاست، درباره پرزیدنت و کارگران دولت سخن بلند نکن که برده زندان میکنن، برده مثلا قتل میکنن. ما هرچند میفهمونیم در بالای همین باز میگویند که ما خودمون میدونیم، نه که شما خب کنید سخن نکنید. فقط یک مطلب میارن که دیوال موش دارد، موش گوش دارد. خود ما باوری دارم که در دیگر اویله ها هم همین سخنها هست. وقتی فرزندو گپ میزنه پدر و مادر این عقیده را دارن. برای چی؟ برای و یا بچه‌شم دیدن، ما ندیدیم جنگ، ما جنگ شهروندی ندیدیم و یا دیدن. انا همین چیزها، همین نصیحت ها من فکر میکنم که در مردم پامیر نیست. این دیگر پونکت سبب دیگرش و یا جسور شدن، ما ترسو شدیم. خب بعد سبب دیگرش یعنی شما ترسو شدن دیگر مردم دیگر منطقه را به او ربط میدهین که در پامیر جنگ نبود و در مردم ما جنگ بود، اینها زیاد کشتار چیزا را دیدن، به همون خاطر فرزنداش رو تربیت دارن که خب کنن. یعنی باز هم نمیتونم راضی بشم در این چیز. وقتی که جنگ در تاجیکستان بود، در پامیر هم جنگ بود به فکر من و اونها را از این جنگ اگر که ما نگاه بکنیم همین میدان ها که تشکیل شدن مردم پامیر هم بودن در وقت انقلاب کردن. یعنی هیچ وقت اینا از خیل نبود که اونها اصلا بی‌طرف باشن و راهی موادی بگیم که غذایی نیز محکم کرده شده، آذوقه نیز محکم کرده شده بود که نمی رفت به اون طرف ها. یعنی اونها را در این جنگ عذاب و اذیت کشیدن. این نمیشد که بگیم. خوب یگان سبب دیگه شاید شما بگوین، یگان پونکت دیگه شاید داشته باشین، اما به این پونکت شما من راضی نیستم. من فکر میکنم که همونی که گفتین پامیر دورتر است از مرکز، به همون خاطر به آنها ظلم زیاد نمیرسد. من فکر میکنم که همین دور بودن پامیر هم سبب او شده است که یعنی اینها حالی هم انقلاب نکردن. اگر نزدیک میبود شاید که همین مردم خودشو انقلاب میکردن، نیاز به من خودت نبود. فرما. بله فکر شما هم جالبی قبول است. ببینید همین یک مثال عادی در ما وقتی که یگان کس کشته شود، این کشتار خیلی بود در تاریخ. بعد جنگ شهروندی چندین کشتارها زیاد بود، لیکن از همه آدمی نزدیکترین پدر و مادری همون فوتیده است که وقتی که فرزندش قتل میکنن بیگناه، باید اولین شخصی که سخن بلند کند، به میدان برای داد زند، داد و فریاد و فغان کند، این پدر و مادر است. دوم برادران و اپا و خواهر و خویشان نزدیک. همین ها از همه آدمی نزدیکترین که مادر است، فرزندش قتل میکنند، گریه میکند، لیکن در حق ظالمان یگان سخن نمیکند. انا اکنون ببینید که فرزند
این برادر ما که در خروق فوتیده است، مادرش معمون جسم بجون فرزندش گرفته به نزد حکومت آورده است. این گونه مادر بینه چقدر جسور و غیور است که به نزد حکومت آورده است که فرزندی من قتل کردید، جواب دهید، نزد قانون جواب دهید. باید هر یک مادر انا این خیل رفتار کند که بعد جوانها بیدار شود. این دیگر ویش. بعد سبب دیگرش این که در باز به فکر من شاید که شما روزی نشوید، لیکن من فکر خودم با میگم، سیوم فکر من این که در منطقه ما در همین از دوشنبه و ولایت ختلان عالم های همین یک 5 ساله 10 ساله اخیر، عالم های اسلامی، عالم هایی که از اسلام استفاده کردن برآمدن که در مسجد در تمام منبرها از خطبه های روزهای جمعه هر روزه عالم های برآمدن که مردم این امر معروف یک خصوصیت دارد که گیبنوز میکند مردم. همین سخن پیغمبر و سخن خداوند و قرآن یک خصوصیتی دارد که دل مردم نرم میکند، مردم آرام میکند، به راه راست هدایت میکند. نه که از همین استفاده کنی و در بین همین سخنها وقتی که به سیاست خوش میشدن و میگفتن که پرزیدنت سایه خدا هست، اون حرمت کنید، اون از شما قدردانی کنید، این سخنها را وقتی جمع کردن مردم، چشم مردم یک نمود خاک پوشیدن اون سبسته کور کردن مردم. این فکری دیگر هم است که در پامیر همین چیزها شاید که نبود یا اینکه به حد کم بود. من یگان مردم پامیری نمیدونم که از همکورسانم که مثال وقتی ما در صحبت میششتیم اگر یگان امر معروف یا یگان سخن ایشان نوریدین جان یا که حاجی میرزا را سخنش بیارد و بگد از پیغمبر همین خیلی امر معروف خوب کردن و در همین بین سخن هم خیلی گپ شد. صدایتان نیست. شما دوست عزیز صحبت کردن بگیرید، من اینجا یک صحبت تلفنی دارم، شما گپ زنید، شما فکر خطا گفتم. خب فکر دیگری من همین بود. خیلی اکنون اینجا بسیار چیز گفتن ممکن است، بسیار چیز گفتن ممکن است، لیکن گفتی شما که راه حل اینها را یافتن در کار. راه حل در چی باشد؟ راه حل باز میگردیم به فکر شخصی من همچون یک شهروند. راه حل من همین گونه برنامه ها زیاد شدن گیرد، چقدر زیاد شدن گیرد همون قدر مردم بیدار شده ایستاده است. روز می رسد که وقتی این سخن ها همین نمودی برنامه ها زیاد شدن دوام یافتن گیرد، باور کنید به طور اتوماتیکی به اون روز آورده می رساند که همین مردمی که این قدر میگید که ترسو هست، این قدر جنگ زده، این قدر بی غیرت است، همین مردم بی غیرت بیل و کدمن و دست و تور گرفته، تیاقای بابایی را گرفته نزد قصر پرزیدنت میخیزن. انمون انقلاب است، میتینگ است، انمون حقیقیشه، بعد میبینن نشان میتیم. باور کنید برای چی من این فکر را مثال به این فکر راضی هستم؟ برای که من در حیات شخصی خودم میبینم دوام یک نیم سال پیش شاید همین تا دوره کرونا ویروس من تماما از سیاست خبردار اون طرف بیستد، من تماما بخبر از نه تنها در سیاست در تمام کارهای دولتی من نمیشناختم وزیرا کی است، نمیشناختم کی مخالف است. فقط پرزیدنت در وی من بود، برای که از دوره صدیق پرزیدنت شما. تشکر دوستی عزیز، واقعا من خوشحال کردین از اینه که گفتین شما نو با این خلاصه اومدین، نو دیدین همی چیزا، یعنی همین کارهایی که ما کردیم همین فایده کردن. در اینجا برادر سلیمان دولت داخل شدن، میخوان صحبت بکنن. این برادر سلیمان دولت صحبت میکنن. برادر عزیز جا بگیرین در پیش اون وای فای بشینین. اگر امکانیت باشه در آخر سوال امتیم سوال مانده است با شما. تمام بفرمایید سوال تا برادر عزیز ما رو بدرویم صحبت کنن. خب سوالی من همین است که
در یک برنامه استاد محیدین کبیری را من گوش کردم. در همون صحبتشون ذکر کردن که بسیار جای افسوس است که حاضر نه تنها جوانان بلکه قشری مثلا هر یک متخصصان، کسانی که مثلا یا دکتر هستند و یا در دیگر ساحه‌های دولتی کار میکنن، به سیاست مجبور شدن که به سیاست چنگ زنند، به سیاست خوش شوند. خب اکنون من به شما سوال دارم که به فکر شما مردمی که مثلا در میلیسه و دکتر و کارگری بانک و معلمان و ژورنالیستان و در دیگر ساحه هایی که مثلا کاری و یا به سیاست هم علاقه ندارد، به فکر شما همینا به سیاست خوش شوند؟ مثلا یک چیز است، کارگرای دولت میتونن که آواز بتن، اما افیسیال نه، طرفدار یک حزب نمیتونن باشن، برای یک حزب پروپاگاندا کنن. اما سیاسی بدن اونها هم در کاره، باید هر یک نفر انتخاب خودش داشته باشه و در این سوال یک سوال نیست که زود جواب بدیم. من در اینجا میگذارم در استودیو برادر سلیمان دولتوف صحبت میکنن. خوش آمدین برادر سلیمان دولتوف و تشکر به برادری که شما سوالهای خود نوشتین، واقعا صحبت خوب داشتین، مردم گوش تو کردن و من نیز از شما جوانای عزیز انتظار دارم مثل این برادر بنویسین پونکت‌های خود، وقتی که من ببینم واقعا نوشتگی نمو چیزا تو بیارین برنامه تا پیشنهاد کنین. این منبر شما هست، منبر حقیقت منبر شما هست. برادر عزیز سلیمان دولتوف امروز درباره پامیر صحبت داریم، درباره میتینگ هایی که در شنبه جوان ها اومدن میتینگ کردن و این هم شما با فیلم دیدین یا دیدین، نمیدونم یک میتینگ در کرده بودن جوان ها و فیلم شما اینا دیدین، نگاه بکنین. در اینجا مردم یعنی میتینگ در شهر شنبه جوان ها اومدن. خشم که از شهر شنبه هستین باز بیشتر میدونین درباره شنبه. برادر سلیمان دولتوف یکی از مخالفین سرسخت حکومت رحمانوف هستند و یکی از نفرانی هستند که واقعا خدمتش در تاجیکا و در راه مبارزه رسیدگی است. خوب به زندگی شخصی هیچ نفر کاردار نمیشه. برادر سلیمان دولتوف اینک نوبت شما است. من تشکر که شما در اینجا حضور آوردین. من برم نمازم بخونم، اوقاتم بخورم. برادر عزیز بفرما صحبت بکن. تشکر زیاد. سلامت باشه. بله دوستای عزیز، امروز الحمدلله ما میگیم که مردم شریف تاجیکستان امروز زنده شدن، جوانای ما زنده شدن و امروز سر صدا میکنن در هر گوشه و کنار، خود در روسیه است، خود در امریکا است، خود در اروپا است، خود در تاجیکستان است. باید ما و شما امروز سر و صدا کنیم. به چه خاطر؟ به خاطری که ملت تاجیک امروز غلام یک اولاد باید نباشه. ملت تاجیک باید در تاجیکستان آزاد باشه، باید مردم تاجیکستان آزاد باشند. امروز مردم تاجیکستان هم مثل همون سالهای 90 که بندیتیزم بود، هر بندیت میخواه بالای یا تجارتدار یا یکم کسی را بخواه قتال میکنه. این حکومتی ما همچنان شدگی است، بخواه در پامیر کشتار میکنه، بخواه در غرم کشتار میکنه، هر گجای را ترس میده. فقط حال این حکومت ملت ترسو کردن است، مرد جوانا را ترسو کردن. نکی الحمدلله امروز ما نظر میکنیم که دعوت مبارزین و دعوت مردمی که زنده دل هستند و اونها مرده نبودن، ترس وجود اونها را فرار گرفتگی نبوده، اونها خیستن مردم زنده کردن، مردم از ترس دور کردن. شما یک نظر کنید که 5-6 سال پیش وقتی حاجی عمر خدا رحمت و مغفرتش کنه برآمده بودن، امام تپک میگفتن، خرش میگفتن، دیگه مردم در حیرت میموندن که این امام علی را میگین شما میخدی. امروز تمام مردم میدونه که امام علی ظالم، بدبخت، روسیه، دیکتاتور، تمام لقب برای امام علی موندگی هستن. این چی است؟ این نشانه دعوت مبارزین است.
این نشانه دعوت تمام مردم تاجیکستان است، تمام مبارزان تاجیک است که ما شما مبارزین دعوت کردیم و مردم امروز زنده شد. مردم امروز زنده شد. زنده شدن مردم هلاکت حکومت رحمانوف است. یک حکمران از این یک حکومت خرد که کس زیاده از 40-50 نفر است، این یک از بین می رود، نابود می شود، نه جنگ می شود، نه جدال می شود، نه یکون چی. اگر مردم تاجیکستان امروز کارگردان ارگان، کارهای داخلی، MVD، مینابران و دیگرها، اگر امروز اونا حس ملی داشته باشند، باید در اطراف مردم پامیر، در اطراف ملت تاجیک باید بیستند که امروز به خاطر یک رحمانوف جوان تاجیک کشته می شود. جوان تاجیک کشته می شود. و تو کی رحمانوف کی برای تو یک جوان تاجیک کشته شود؟ تو هیچ که نیستی، تو کسی نیستی. از همین لحاظ باید ما و شما بدانیم که امروز رحمانوف با ما و شما زنده است. ما نباشیم رحمانوف هیچ که نمیشناسه. ملت تاجیک نباشیم رحمانوف هیچ که نمیشناسه. به همین خاطر امروز ملت تاجیک است، رحمانوف است و امروز باید رحمانوف نه کار نکند که ملت تاجیک قتل کند، با کشتار دست بزنه برای ملت تاجیک. او پامیری است، ملت ما است، هموطن ما است. او آدم، او شخصیت مردم اوگایی نیست. او ملت تاجیک است، پاسپورت تاجیکی داره. چرا شما قتال میکنید، میکشین مردم؟ از همین لحاظ باید مردم تاجیک، ما و شما باید حشاد باشیم. خدا را شکر میکنیم که در دوشنبه هم میتینگ رخ داده است. مردم خیس است، جوانو خیسی هست. این هزاران بار شکرانه و ذات میکنیم. و وضعیت بسیار وضعیت بی‌زیب است، بسیار وضعیت متشنج است در تاجیکستان. زیرا که در تمام اخبارهای روسیه را میبینید، در تمام جا قضیه کشتار رحمانوف به مردم پامیر. بار اول نیست مردم پامیر را رحمانوف میکشه. سال 2012 زیاده از 24-25 شهید دادگی هستند. 24-25 کس کشتگی هستند. آخه اینا شهروندای تاجیک است. باید حکومت تاجیکستان باید محافظت کند، مردم ملت نبکشد، زیرا که این ملت به اون معاش میتیه. این ملت به اون معاش میتیه. پول ملت است، مال ملت است. شما معاش میگیرین. شما باید خادم این ملت باشه، خدمت کننده این ملت باشه، به ملت خدمت کنی. صد افسوس میگیم که امروز من در حیرت هستم که امروز کارگرای ارگان، KGB و MVD و نمیدانم اوبنان و اوباب و دیگر فقط ملت عذاب میتیند. مینابرانش باشه میرود عسکرش میبره به قتال مردم حرکت میکنه و میکشه مردم پامیره. باید شما که وقتی که معاش میگیره، این معاش پولی رحمانوف نیست، پولی اولاد رحمانوف نیست، پولی ملت تاجیک است. شما معاش میگیره. رحمانوف یک کاستوم بروک داشت، یک کاستوم بروک هم نداشت. یک جامعه قطعی تاقی قطعی آمدگی است. رحمانوف یک تراکتورچی بود. او از کجا شما را معاش میگیره؟ امروز ملت مرز و بوم داره. امروز مردم تاجیکستان باید از حق و حقوق خودش دفاع کند. فهمیدی؟ از هر یک تا ما میتونیم از حق و حقوق خودمون دفاع کنیم. ما حقوق داریم در داخل تاجیکستان که ما باید گپ زنیم. جنگ میشه، سالی 92 میشه، سالی نمیدانم فلان و محمدان میارن. آخه چی در کار است؟ شما ملت میترسونید. سالی 92 را خودتان میکنید. خودتان قاتل، خودتان автомат میگیره، مردم میپرونید. مردم تاجیک هیچ وقت نمیخیزد بجنگد. مردم تاجیک یک مردم آرام است، ملت آرام. اگر ما جنگره میشدیم، ما آدمکش میشدیم، مالی بر وقت همسایه ها مونده
حتی کرده بودیم یا سمرقند بخارا را طلب میکردیم یا دیگر. ما آدم کش نیستیم. از همین لحاظ باید ما مردمی تاجیک ما فقط در علم عمرمان صرف باید کنیم. ما در علم صرف کردگی هستیم. از ابو حنیفه سر کرده تا بخاری و دیگر همه اینا روشنفکرای ملت تاجیک بودن، مردم تاجیک بودن، فارزبان بودن، باباهای ما و شما بودن. ازبک نداشت اینجوری، قرقیز نداره، قزاق نداره. سلمان فارس ما داشتیم در اطراف پیغمبری بزرگوار بود. اینا همه سینا را ببین، عبدالرحمن جامی و دیگر همه اینا تاجیک بودن. فردوسی و رودکی و عینی و باباجان غفور اینا همش استادای این ازبک قرقیز دیگرها هستند. ملت ما را امروز آورده است، بی سواد کرده است، یک پیشوای خودکامه بدبخت امام علی رحمانوف. زیرا خودش پیشوا گرفته است. تو پیشوایی هستی که مردم بی سواد کردگی هستی. سواد ندارد مردمی تاجیک. تو روسیا نیستی کو، تو مردم روسیا کرده سی. امروز جوانای ما اکثرش بی سواد هستند، سواد ندارن اکثر جوانای ما. باید ما امروز حرکت کنیم. باید ما امروز حرکت کنیم که یک حکومتی خوبه بسازیم. روز به روز برای ما دیر شده است، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه برای ما دیر شده است. باید ما هرچه زودتر این حکومت رحمانوف از بین بریم، نابود کنیم. یک حکومت بسازیم که او حکومت پشتیبانی از ملت کند، پشتیبانی از مرز و بوم کند، پشتیبانی از مردم تاجیک کند. نه برعکس، این برعکس کرده شده است. مردم تاجیک کشته است. برعکس ملت تاجیک قتل میکنه. ای رحمانوف، ای رستم امام علی، ای نمیدانم رمضان رحیموف، شما یقینا دارین که از چنگ ملت شما رهایی نمیابید. وقت ساعتش میشود در چنگ ملت که غلطیدین، آن وقت شما در دیر میشود، آن وقت دیر میشود. زیرا که این ملت نمیبخشد شما را. ملت هیچ وقت شما را نمیبخشد. زیرا که ملت ما امروز غضب شد، کاسه پر شد، از لبش ریخته شده است. فهمیدی؟ دیگر مردم هوشیار شدن. الحمدلله، خدا را هزاران بار شکرانه میکنیم که امروز ملت تاجیک زنده شد و ملت تاجیک سفید از سیاه فرق کرد. این سفید، این سیاه، اینا فرق کرد. ملت تاجیک با قند گفتن دهانی مردم شیرین نمیشه، و پیشوا گفتن مردم صاحب علم نمیشه، و پیشوا گفتن حکومت پیش نمیرود. ای پیشوای ملت، این روز یک فیته اینترنتی در یک ویدیو تماشا کردم. یک جوان اینا ما پرچم داره، ای پرچم در سر ما نه، در جای پرچم تو نمیتونی زواد ساخته که 1000 آدم بره و در اونجا کار کنه. پرچم برای ما چی در کار است وقتی که مردم گرسنه است؟ مردم گرسنه است. امروز یک خواهر است، اپا است، برای ما تماس گرفت که من خانه ندارم، امروز ترکیه آمدم برای کار کردن. ببین ملت تاجیک، شما امروز گودک 6 ماه است در دست. من گفتم به این گودک گیجا آمدی نه در این گودک تا در گیجا میمانی تو کار بکنی. زیرا که خانه نداره، در نداره، خیست از کار کنی آمده است. امروز گودک 6 ماهی تاجیک سرسان و سرگردان است. مرگ به خلی پیشوا، مرگ به رحمانوف که ملت تاجیک تا 6 ماهش سرسان و سرگردان کردگی است. زیرا که خانه میگه پلی کوارتیر نداشتم. این نبینه یک با ملیسه بدبخت حرامی دیگر اون زن کرده است، از اون یک فرزند دارد، رهاییش کرده است. آخه گفتم شوهرت کجا شد؟
گفت شوهرم یک ملیسه بدبخت بود از خوالینگ است، از گجاست. ما را صاحب زن حامله دار کردم، پرت افته برفت. اون ملیسه است، با کی ما دعوا میکنیم؟ پینه برادرای عزیز، این ملیسه بدبخت باید الیمین بسپارد، باید حق گودک بتیه، باید گودکش نگاه بین کنه، اما این بدبخت ها نمیکنه. والله این گپ دروغ نیست، قسم به عظمتی پروردگار نیم ساعت پیش ما قطعیم یا 40 دقیقه پیش ما با همو گپ زدیم. انا ای از برادرای عزیز، باید ما حرکت کنیم، باید ما زنده شویم. امروز تفلکا ما نصایبی کنیم. طفل باید تا 18 سالگیش پول بگیره، بدبخت رحمان طفل تا 18 سالگیش باید پول بگیره. فرزندای ما در همه اروپا از ما حالی گرجدنی اروپا نیستیم. نیکی سر هر یک فرزندی ما 120 یورو هر ماه کارتش میگذاره. حتی ما از پول امو را ما نمیگیریم. پول امو میستد شاید تا 18 سالگیش چند قپل جمع شود، در همون کارتش جمع شده است. ما الحمدلله تجارتی خوب ما نداریم. ببین گودک حال 18 متر صاحب پول است، صاحب مال است. اگر رحمانوف یک گودک در 50 سومانی یا 100 سومانی بتیه تا 18 سالگیش میدونی چند قپل میشود؟ شما نمیخواهید که یک حکومت ما بسازیم فرزندای شما تا 18 سالگی را پول بگیرن؟ اینا نمیخواهید شما همه تان میخواهید. باید این حکومت فرسوده، این حکومت از بین خواهیم برد. یک حکومت مردمی، یک حکومت دوز نباشد. اگر حکومت دوز نباشه فرزند شما هم پول میگیره. اگر حکومت دوز نباشه به خدا قسم پنسه پدر و مادر شما 1,000 سومان میشود. آیلی که کارگردانی آرگن 2,000 3,000 سومان میشود، شاید تا 5,000 سومان میشود. مدویدوف گفتن، مدویدوف اگر همین شما را تنقید کرده سین حکومت شما را نیمساف تنقید کرده سی، اون وقت نیمساف زنده بود، گفت نیمساف تنقید کرده سی، گفت ما یگان کمبودی داریم تنقید میکنه اسلام میشیم. اردوگان پرسیدن، اردوگان، این من 2015 سال در فینلند بودم تماشا میکردم، اردوگان گفتن که پیشروی دولت و حکومت در چی میبینی؟ اردوگان گفت من دزد نیستم، من دزدی نمیکنم. امروز دزدی نمیکنه حکومتش پیش میره، امروز دزدی نمیکنه مردمش عزت و آبرو داره. امروز در یک ویبری پرزیدنتی بود والله علم خودش برآمد گفت که ای مردم 2003 و 4 شما اگر پول در دستان نمیشد، پول شما رادام زایدنی رفته نمیتونسته. رادام شمرنگی نمی تاجیکستان حاضی هست هم خیلی اگر پول داری رادام دا میری تولد میکنی. خب پول نداشته باشی هیچی. انا اردوگان گفت که من برای شما تولد کردن مدیسین را به پول کردم، طبابت هم به پول است. این اردوغان کرد. ببین و فرزند شما تولد میشه $700 دستی او داده میشه. وقتی که تولد میشه $700 داده میشه. ما در همه اروپا هستیم، فرزند ما تولد میشه 1200 یورو در کارت فرزند میگذره. بعد این هر ماه 120 یورو 120. شما نمیخواین هم خیلی حکومت؟ شما نمیخواین هم اینجوری حکومت مردم تاجیک؟ امروز مبارزان در اروپا هستن، سیستم اروپا را یاد گرفتن. آخه اروپا هیچی نداره، تاجیکستان ما صاحب همه چی است. از سنگای قیمت بها، تیلات، آب تازه، دیگر زیاد داره در تاجیکستان. بیایید امروز بریم تاجیکستان آباد کنیم. امروز مردم ما عاشق اروپا، روسیه، ترکیه، دبی دیگر میشه. بیا کار کنیم که دیگه ملت عاشق تاجیکستان ما شود. خب استاد کوهستانی شاید مردم هم گپ زدن بخواه، از همین لحاظ
ما سخنی ما اگر ساعتها گپ زنیم هیچ وقت تمامی نداره نکی برادرای عزیز. شاید تشکر زیاد به خودت برادر سلیمان دولتوف که وقت گذاشتی، نماز خوندیم، اوقات خوردیم و همین است مبارزه دوستان عزیز که پشت همدیگه را پر کردن. من تشکر میگم به خودت برادر سلیمان دولتوف که پشت ما را پر کردی، چون دیگه ما امروز افیر کمک بر وقتتر سر کرده بودیم. تشکر به اون دوستانی که خیلی خوب است. امروز افیرا زیاد میشوند، مردم زنده میشن. الحمدلله که شما هستید و مردم تاجیک زنده شده است. شما باید دستگیری کنید مردم تاجیک. خداوند نگهبان تا میشه استاد کریستانی. انشالله ما یک کمک پیش مادم اومده سای کار چی میکنیم با مدرام تماشا میکنیم، صحبت میکنیم. تشکر زیاد، تشکر زیاد. خدا نگهدار. موفق باش برادر عزیز. سلامت. خوب دوستان عزیز، اینجا بود برادر سلیمان دولتوف که از صحبت‌هایشان ما خوب بهره‌ور شدیم. هر یک نفر به سطح خودش صحبت میکنه. برادر سلیمان دولتوف هم همون چیزی که در دل داره برای شما میگه. چرا امروز باید هم از سلیمان دولتوف نشوند؟ سلیمان دولتوف میتونین که دیگر نفرتون سلیمان دولتوف بشین، مثل این برادر صحبت بکنین. باز نفرایی که میخواین صحبت بکنین دست خود بردارین، مثل مکتب واره میتونین صحبت بکنین. دوستای عزیز، تشکر به همت که امروز افیر امروزه را بردین به قریب 1100 نفر رسوندین. تشکر به اون نفرانی که واقعا احترام علم میکنن، احترام یک جوان دانشمند میکنن. این واقعا باعث افتخار است برای من که شما عزیزان دل دوست می‌دارین همون زبان تاجیکی، همون زبانی که بدون کلمه‌های روسی صحبت کرده میشود بشنوید. اکثریت مردم برای من همیشه تکرار میکردن، میگفتن که کوشش کنید که همون مثل مردم صحبت کنید. من گفتم اگر که مثل مردم صحبت کنیم به این معنایی که همون خیلی گپ زنن که مردم در کوچه ها صحبت میکنن. اگر ما اونطور صحبت بکنیم مثل اون میشه که ما خودمون با هم یک جای میکنیم و مردم نمیتونیم کمک بکنیم که زبان ما از دست نروه. من هر یکی شما رو میبینم خوشحال میشم و دیده ایستادم که اکثریت مردمی که داخل این افیر میشن کوشش میکنن با زبان تازه تاجیکی گپ بزنن، چون شناسایی با من دارن و با من هم صحبت شدن، چون میدونن که من دوست نمیدونم وقتی دیگر کلمه ها را استفاده میبرن از دیگر زبان ها. اما ما سختگیری هم نخواهیم که هر یک نفر میتونه با هم سطحی که از صحبت کند. دوستای عزیز، در اینجا فکر میکنم که من دیگه به خلاصه اومدم که افیر امروزه را به انجام برسونم، یا اینکه در حال حاضر شاید شب دیرتر بیرون بیاییم گپ بزنیم. و برادر محمد اقبال صدردین امروز افیر دارن ساعت 17:30. شما میتونین ساعت 17:30 یعنی که یک ساعت بعد شما میتونین در اونجا بدروین تماشا بکنین، در اونجا بدروین گپ بزنین. باز انشاءالله اگر که وقت شد من میدرم افیر میکنم با شما صحبت میکنم. مدیراتورای عزیز جو، تشکر زیاد به همت، به تک تک شما، به هر یک آن نفری که در پخش کردن این بگیم که پخش زنده ما کمک کردن و با لایک گذاری باشد، با آبونه شدن باشد. کوشش کنین آبونه بشین. این کانال منوچهر کوهستانی کانال من تنها نیست، کانال همه ما و شما هست که ما بتوانیم در روزهای سختی برای همدیگر مفید باشیم. امروز همین وقتی که برنامه را میگذراندم کودکام از هر طرف میدویدن که خوب کودک زیاد ندارم، اما کوشش میکنن که من بیا که امروز روز استراحت است. خوب، اما چون که شما میدونید امروز ملت نیاز به ما داشت و ما کار خود کردیم. تشکر به انسان هایی که از ساعت 12 تا این وقت با ما هستند و مدیراتورای عزیز، خواهران عزیزی که در اینجا بودید. کوشش کردید، کوشش بکنید که بیشتری مردم بیاین و چون که شما میبینید این پخش زنده در فیسبوک من هم هست. در اونجا صفحه من منوچهر کوهستانی سیاستمدار نوشتگی است، یعنی اگر که شما پیدا بکنید اونجا میتونین که لایک بگذارین در همون صفحه. و صفحه یوتیوبی ما هم با خبر خوش برای شما بودم که آخرین برنامه سوگند به قلم که داشتیم هر روز پنجشنبه، دوستای عزیز هر روز پنجشنبه ما برنامه سوگند به قلم داریم. در آنجا نیز میتوانید اشتراک کنید، صحبت کنید. آخرین برنامه که در فیسبوک داشتیم زیاده از 28,000 آدم تماشا کرده است، یعنی که من دیدم
یعنی ما تونستیم تا جایی کوشش بکنیم و اون نفرانی که کوشش میکنن، من نفرانی که نمیشناسم کمک میکنن، اینها میدونن که این راه مبارک است، راه آزادی، راه عقیده. این یک راهی هست که تنها با کمک همدیگر ما میتوانیم پیشرفت بکنیم. خب دوستای عزیز، مسئله پامیر و مسئله بدخشان یک مسئله است که باید هر یک کدام ما شما در فکر این چیز باشیم. هر یک کدام ما و شما باید فکر بکنیم که نگذاریم این بیان کردن فکری ما، این احساساتی که ما نشان دادیم به این معنا است که ما نمیخواهیم دیگر در کشور ما ظلم شود. ما بر ضد ظلم هستیم و انسان هایی که شاید در کامنتر یا باز هم سوال های علمی داشته باشن، سوال های فنی داشته باشن، میتونین سوال بکنین. شاید نارسایی بود در این افیر. من مثل همیشه فکر اندیشه شما رو میخواهم بدانم. بعض نفران میگن که 4-5 برنامه شید میکنی، به همون خاطری قدر خوب گپ میزنی که مردم بیان. نه دوستای عزیز، من به خاطری همیشه من یک هستم. مهم نیست که چقدر مردم تماشا میکنه و کی تماشا میکنه. کوشش میکنیم که با همدیگر یک ارتباط قلبی و اون ارتباط احساسی داشته باشیم که شما در اینجا بعضیات 3-4 ساعت شید من تماشا میکنین. شاید که من هیچ وقت با شما وا نخورده باشم، شما ما را ندیده باشه، اما من شما ما را میبینید اما من شما را ندیدم. اما احساس میکنم که چنانه که دلی من میتپد و من احساس میکنم که شما نیز چنین احساس را دارید. شما نیز در فکر آن هستید که کشوری داشته باشید که در آن کشور هر یک نفر آزاد باشد و ما را برای آزاد کردن این کشور کوشش میکنیم و شما را هم کوشش کنین که پشت ما خالی نشود، چون شکست همه ما و شما در خالی بودن پشت ما و شما است. خب دوستان ارجمند، من کامنتری های شما را کمک میخوانم و منو چر گویستانیم با پیش. خب تشکر زیاد. حقارت نکنیم برادرای عزیز. خیلی آدمایی که مجبورن رحمان و حقارت کنن بکنین. منو چر جان منو چر التماس دشت خیچکون را به یاد بیارید. خب حتما دشت خیچکون را به یاد میاریم. اون یک دشتی است که هیچ وقت از یاد نمی رود. تشکر از برادرانی که از ناحیه‌های نزدیکی دوشنبه تماشا میکنن. تشکر به همه اون انسان هایی که امروز در کوهستان با صد عذاب و اذیت در آمدن افیر من تماشا کنن. واقعا من وقتی که شما را میبینم، وقتی که من اون احساسی که شما دارین میبینم، خیلی خوشحال میشوم، چون که این احساس را همیشه نمیتوان داشت. تنها این کمکی برای من کمک مالی نه، همون کمک معنوی و همون انرژی خوبی که شما به من میدید، باز هم میتوانم برنامه‌های خود بیشتر بکنم و به خاطر شما و به خاطر آینده کشور کوشش بکنیم که نگذاریم که دیگر این غاصبین ما و شما را از بین ببرن. این یک احساس است. احساس وقتی که احساس میکنی که این هم عقیده خودت است، با خدا قسم تو میگم دوستای عزیز، این از تحت دل برای شما میگم، من وقتی که به مبارزه آمدم احساس کردم که تنها برادری من همون برادری هست که با من هم عقیده است. بله اون برادرای خونی دیگه میبینن که در مبارزه هستی باطن نیستن، طرف فراموش میکنن. مثلا در همین تمام اولاد خانواده ما زیاده از 30-40 توی گذشتگی یگان تاش من خبر کردگی نیست، خاطر این گپ زدگی نیست. به خاطر چی؟ به خاطری که من بر ضد ظلم هستم. من به خاطر اون نفری هستم که اولاد من او را پیشوا میدونه، من او را پیشوا نمیدونم. به خاطر پیشوا اولاد من از من رو گردانده است. دوستای عزیز شما نگاه بکنین تا چی درجه این مبارزه انسان رو میبرد که خشتبار نزدیکا دست رو میگردونن به خاطری که تو بر ضد پیشوا هستی. به همون خاطر هم عقیده های خود احترام کنین. این واقعا یک چیزی خوب است، چیز دلارا است وقتی که هم عقیده داری. هم عقیده میتواند رفیق راه باشد. هم عقیده این یگانه شخصی است که میتواند تو رو در همه سختی ها بفهمد و حرف تو رو گوش کند. خب احمد علی ما منشر تیک تاک من دارم دوستای عزیز. ما از برای شما نشون میتونم نفرایی که تیک تاک، ما یک تیک تاک دارم فکر میکنم.
تیک تاک موازی در همینجا میگذارم برای شما میتونین که تیک تاک منو پیدا کنین. خب اینجا صحبت با اون نفرای همون طرفداران اشدی است دوستای عزیز، یعنی شما کامنتاریات رو بنویسین، لایکاتون هم بگذارین، نفرانی که آبونه نیستن آبونه بشین. همینجا منوچهر کوهستانی ما در همه جا منوچهر کوهستانی هم. در همینجا من هستم، او قدر سر کار ندارم. منوچهر کوهستانی با حرفای مایده یک جای بنویسین پیدا میکنیم من در تیک تاک. نمیخیل میخیل شما بنویسین پیدا کنیم. نمیخیل منوچهر کوهستانی همین طوری که من از در چت برای شما نوشتم، شما میتونین در تیک تاک من همین طور پیدا کنین. خب ما میتونیم که در اونجا نیز فعالتر باشیم در تیک تاک. تیک تاک هم نیز امروز اکثر مردم استفاده میبرن و خب کوشش میکنیم که خب در همه جا کار ما پیش ببریم، بیشتر مردم شناس بشون. من دوستای عزیز خب زیاده از 3 سال شد که در یوتیوب هستم، اما 2 سال اخیر اصلا در یوتیوب نبودم. این 6مین برنامه است که من در لایف میشینم. واقعا تشکری میکشم باز از همه شما که قدر کردید و برنامه ها را تماشا کردید. این واقعا من را انرژی خوب میدهد و این احساسی مثبت برای ما و شما همیشه در کار است. خب من برادر گفتم که من تیک تاک دارم انشالله که کوشش میکنم که همون لینک تیک تاک خود را در تگ نوارها گذارم که شما بتوانید در اوجا میره. من تیک تاک دارم دوستای عزیز، من برای شما نوشتم تیک تاک خود را. اینجا منوچهر کوهستانی با حرفای مایده یک جای بنویسیم پیدا میکنین. خواهر عزیز نسیمه موسوی و تشکر زیاد. منم راستی شما را نمیشناسم، اما به خاطر خدام تا باور کرده شما را مدیریتور گذاشتیم. تشکر زیاد که خدمت میکنین، تشکر زیاد که واقعا امروز یک آدم بزرگ تاریخی یک چیز خوبی گفتگی است که تا وقتی که زنهای تاجیک نه تا زنهای یک ملت مبارز نشوند در اوج مبارزه پیروز نمیشوند. امروز الحمدلله زنهای تاجیک مبارز شدگی هستند، انقلاب هم نزدیک است. از این چیز خوب استفاده بردن در کار. خوب دیگه فکر میکنم تیک تاک من منوچهر کوهستانی یک جا نوشته می شود، در اونجا شما میتونین پیدا بکنین و من نیز میتونم که بیشتر در اونجا کار کنم، این سایت های درکاری رو استفاده برم، ولی بعضی وقتها باید ما کمک از همون زبان ادبی استفاده بریم و برای جهانیان نشان میدیم که ما یک زبان زیبایی داریم که همه کلمه ها و همه حرف ها رو، همه جمله ها رو میشه تنها با این زبان برای جهانیان رساند. خب در امان الله باشین، خدا نگهدارتون باشه. اگر که بشوه مدیریتورای عزیز، اگر که بشوه امروز باز کمی دیرتر میتونم که بورم لایف صحبت کنیم، اما خب نگاه میکنیم تا کجا برای ما توفیق پیدا می شود، تا کجا ما قوه پیدا خواهیم کرد که باز هم با شما هم صحبت شویم. باز هم تشکری به همه آن نفرانی که در پخش کردن این افیر، در پخش کردن این پخش زنده کمک کردن. موفق باشید. خدا حافظ.